دفترچه ویراستاری علم، بنیاد روزنامه‌نگاری علم نایت، دانشگاه MIT. راوی محمد اقبالیان. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. مقدمه. خدمات سلامت در ایالات متحده حوزه‌ای پرفراز و نشیب است. مهمترین ابزار و سرمایه برای شما در نقش ویراستار علم چشمان شکاک شماست. مؤسسات پرقدرت بخش عمده‌ای از روایت غالب را شکل می‌دهند، اما اغلب اوقات در این مسیر بیماران و مصرف کنندگان خود را نیز در معرض برخی از آسیب‌ها قرار می‌دهند. این مؤسسات شامل مؤسسات بیمه سلامت، بیمارستان‌ها، داروسازان و به طور روزافزونی در سال‌های اخیر غول‌های فناوری و همینطور سازوکار روابط عمومی آنهاست. در مقام مقایسه، بیماران و جامعه منابع مالی، زمان یا حمایت‌های حرفه‌ای در اختیار ندارند که بتوانند به طور عمیق و دقیق ادعاهای داروسازان، بیمارستان‌ها، شرکت‌های بیمه و غول‌های فناوری را بررسی و صحت سنجی کنند. و همینطور فاقد نیروی روابط عمومی حرفه‌ای هستند که بتواند از طرف آنها نیازهایشان را به آن مؤسسات منتقل کند. ساختار ارائه خدمات سلامت ایالات متحده برای روندهای درمانی گران قیمت، مراحل آخر تحقیقات و ابداعات و اختراعاتی که در مرزهای فناوری پزشکی قرار دارند، اولویت بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در مراقبت‌های پایه و روزمره قائل می‌شود. حاصل این اقدام بدترین نتیجه ممکن را برای بیماران و جامعه به همراه داشته و همینطور پیامدهای چشمگیری نیز برای روزنامه‌نگاران دارد. با وجودی که اعمال جراحی مبتکرانه و ابزارهای خیره کننده جدید پزشکی بیشترین توجه را به خود جلب می‌کنند، اما دخالت‌ها و درمان‌های روزانه و تمرکز بر افزایش دسترسی به مراقبت‌های پایه سلامت اگر نه بیشتر اما حداقل به همان اندازه دارای اهمیت است. ساختار تشویقی که در زیرساخت ساختار سلامت ایالات متحده قرار دارد، پول بیشتر به معنی مراقبت‌های بیشتر و بهتر برای افراد دارای بیمه در مقابل افرادی که بیمه نیستند. به این معنی است که گروه‌هایی با نمایندگی کمتر در جامعه و به خصوص آمریکایی‌های سیاه‌پوست و سایر افراد اقلیت‌های نژادی به طور غیر متناسبی مراقبت‌های بسیار بدتری را دریافت می‌کنند. و البته که به طور عمومی مراقبت‌ها و خدمات درمانی کمتری از سایر آمریکایی‌های سفیدپوست دریافت کنند. کار شما در نقش ویراستار این است که نقشی سه‌گانه را بازی کنید: داستانگو، ناظر و محقق. داستان‌هایی که شما ویرایش می‌کنید باید منصفانه و دارای اعتدال باشند، نه به این دلیل که تنها در بردارنده دو دیدگاه مخالف یکدیگر است، بلکه به این دلیل که آنها به طور یکسان و با مبنای یکسان سودهای بالقوه هر فناوری یا درمان تازه را با خطرات و آسیب‌های بالقوه آن برای بیماران و جامعه می‌سنجند. تحقیقاتی که مرحله بازبینی همرده‌ها را از سر گذرانده‌اند، یکی از ابزارهای کلیدی را برای عبور کردن از فضای پر سر و صدا و نویزی که شرکت‌های داروسازی، بیمه‌ها و امثال آنها ایجاد می‌کنند در اختیار شما می‌گذارد. برای همین هم بخش بزرگی از این فصل را به مرور بهترین روش‌هایی اختصاص دادم که به بررسی این مطالعات مربوط است. با این وجود حتی آزمون‌های بالینی هم ممکن است در بردارنده سوگیری و تضاد منافع باشند. برای مثال همیشه در ذهن داشته باشید که عمده تحقیقات پزشکی با شرکت مردان سفیدپوست انجام می‌شود و این در حالی است که گروه‌های جمعیتی که بدترین شرایط خدمات سلامت در آمریکا را تجربه می‌کنند از جمله شامل سیاه‌پوستان و زنان رنگین پوست می‌شود. در همین حال انتظار می‌رود وضعیت نابرابری در مورد دریافت خدمات سلامت بدتر هم بشود. برای نخستین بار در طول یک دهه در سال 2018 درصد آمریکایی‌هایی که فاقد بیمه درمانی نیستند افزایش پیدا کرده است. انتظار می‌رود که این عدد به واسطه همه‌گیری کرونا و کاهش اشتغال ناشی از آن افزایش هم پیدا کند. به دلیل این چالش‌ها شغل شما اکنون از همیشه مهمتر است. داستان‌هایی که شما ویرایش می‌کنید توجهات را به بی‌عدالتی‌ها جلب می‌کند، به تحلیل فناوری‌ها و کشفیات تازه سلامت می‌پردازد، به اطلاعات غلط خطرناک را بررسی و رد می‌کند
و شرایط موجود بسیار پرمخاطره است. تنها یک لغزش در اتاق عمل میتواند بیماری را برای تمام عمرش فلج کند. یک داستان گمراه کننده یا اشتباه سلامت میتواند بیماری آسیب پذیر را بدون اینکه درک درستی از عواقب آن داشته باشد به دنبال روشی خطرناک سوق دهد. به طور مشابه داستان‌هایی که موضوعات مهمی مانند بیماری‌های ذهن و روان و ناتوانی‌ها را بیش از پیش به انگ و آستیگما می‌آلایند، ممکن است باعث شود که برخی از افرادی که نیاز به مراقبت دارند از پیگیری نیاز خودداری کنند. اینها برخی از نکات مقدماتی است که هنگامی که به مطالعه این فصل می‌پردازید باید در ذهن داشته باشید. این کارها را نکنید. از واژه علاج استفاده نکنید. بیانیه مطبوعاتی و خبری را به عنوان مطالعه تحقیقاتی در نظر نگیرید. فکر نکنید که چون یک تحقیق دارای بازبینی همرده هاست پس فارغ از هر سوگیری یا محدودیت های دیگر است. این کارها را بکنید. از واژه روند درمانی یا رسیدگی استفاده کنید. مدارک را مرور کنید، به خصوص اگر می توانید با کمک متخصصان این کار را انجام دهید. گزارشگران خود را تشویق کنید که درباره نواقص احتمالی یا محدودیت های تحقیقاتی ذهنشان آماده باشد، به خصوص درباره مسائلی نظیر نژاد، جنسیت و تضاد منافع بالقوه. حالا که بخشی از مقدمات را مرور کردید، بیایید به عمق برویم. پایه‌های اصلی را پوشش دهید. از آنجایی که پیشرفت‌های سدشکن در بخش سلامت نادر هستند، یکی از وظایف اصلی شما این است که مطمئن شوید داستان‌های خود را درباره این که مداخله یا درمان تازه چه منافع بالقوه یا آسیب‌ها و خطرات بالقوه‌ای دارند به درستی قاب‌بندی کنید. از تیتر گرفته تا نتیجه باید خود را با فرآیند قانونگذاری که بر اساس آن محصولات دارویی و درمان‌های تازه وارد بازار می‌شوند آشنا کنید. در اغلب موارد روش‌های مداخله تازه، چه آزمایش باشد چه دارو یا سایر روندها، در ایالات متحده توسط سازمان نظارت بر دارو و غذا بررسی و نظارت می‌شوند. بعد از بررسی جامع، این نهاد ممکن است سطحی از ترخیص، مجوز یا تایید را به محصول یا روند مورد نظر اعطا کند. هر کدام از برچسب‌ها و عناوینی که این سازمان استفاده می‌کند بیان کننده سطح متفاوتی از بررسی دقیق و سختگیرانه علمی است. در این بین تاییدیه بالاترین سطح را دارد و سخت‌ترین گواهی برای یک محصول است. یک روش یا داروی تازه را مورد تایید FDA نخوانید مگر اینکه واقعا از اینکه این گواهی را کسب کرده اطمینان داشته باشید. واژه‌نامه اصطلاحات FDA: تایید شده. این دقیقاً همان چیزی است که عمده مردم درباره‌اش فکر می‌کنند. این اصطلاح به این معنی است که ایمنی و اثرگذاری محصولی نشان داده و از سوی اداره نظارت بر دارو و غذا مرور و بررسی شده است. تنها حدود 10% محصولات پزشکی موفق به اخذ تایید FDA میشوند. دارای مجوز: محصولاتی که دارای این برچسب هستند این معنی را میدهند که به آنها مجوز استفاده اضطراری داده شده است. این مجوز به آنها اجازه میدهد که برای بازه زمانی محدودی در شرایط اضطراری برای تشخیص، درمان یا جلوگیری از بروز شرایط جدی و تهدید کننده زندگی مورد استفاده قرار بگیرند، و آن هم در زمانی که هیچ روش مناسب تایید شده دیگری در دسترس نباشد. ترخیص شده: این عبارت به معنی این نیست که FDA آن را بررسی کرده است، بلکه به این معنی است که این محصول به طور قابل ملاحظه‌ای معادل یا مشابه محصول دیگری است که پیشتر FDA آن را تایید کرده است. ثبت شده: بسیاری از محصولات دارای برچسب ثبت شده یا فهرست شده در FDA هستند، اما این را نباید گواهی آن دانست که این محصول هر نوع فرآیند گواهی را طی کرده یا هیچ گواهی خاصی از این سازمان دریافت کرده است. این موضوع تنها اشاره به این دارد که تولید کننده محصول FDA را در جریان تولید و وجود داشتن این محصول قرار داده است. از آنجایی که عموم مردم از این اصطلاحات بی اطلاع هستند، اینکه در داستان تنها به ذکر این اصطلاحات بسنده کنید کافی نیست. باید مطمئن شوید که هر کدام از این اصطلاحات را با دقت و به گونه‌ای تعریف کرده باشید که مخاطب شما دقیقاً منظور شما را متوجه شود. FDA اطلاعات بیشتری درباره اینکه این نهاد بر چه موضوعاتی مرجعیت دارد و ندارد را تعریف کرده است. فراتر از هر چیزی اسناد و داده‌ها را برای هر روایت شخصی اولویت دهید و مراقب باشید که تحت تاثیر تجربه یک بیمار یا خانواده او چشم بر محدودیتی کلیدی نبندید که ممکن است در روند درمان برای دیگران وجود داشته باشد. بیایید نگاهی به مثالی از یک داستان مسئله ساز در زمینه سلامت بیاندازیم. در این داستان گروه ویراستاری درباره روش درمانی تازه‌ای تنها به تجربه یک زوج اتکا کرده بودند که منجر به این شد که داستان به طرز خطرناکی گمراه کننده از آب در بیاید.
بعد از اینکه این مثال را مورد بررسی قرار دادیم، نگاهی به مثالی از یک داستانی که به خوبی گزارش شده است درباره همان موضوع خواهیم انداخت. هر دوی این داستان‌ها درباره آزمون‌های پذیرش استر رحم است که به بررسی فعالیت ژن‌های موجود در حاشیه رحم می‌پردازد تا مشخص کند بهترین زمان ممکن برای کاشت رویان در رحم چه زمانی است. یکی از این داستان‌ها در سال 2018 در ABC نیوز و با تیتر چگونه یک آزمایش تازه و مرزشکن بارداری به خانواده‌هایی که رنج سقط جنین را کشیده‌اند امید هدیه کرده است منتشر شده بود. در این داستان گروه ویراستاران به بیان داستان یک زوج پرداخته بودند که چند سال تلاششان برای فرزندآوری با شکست مواجه شده بود. آنها پس از اینکه از ابزار تحلیلی تازه‌ای به نام آزمون پذیرش آستر رحم استفاده کرده بودند موفق شده بودند بچه‌دار شوند. اگر دقت کرده باشید تا همینجا هم متوجه اولین خطا در این داستان شده اید: استفاده از کلمه مرز شکن در تیتر. اگرچه مواردی وجود دارند که استفاده از چنین واژگانی قابل دفاع است، اما این داستان یکی از آنها نیست. چرا؟ چون داستان فاقد شواهد و مدارکی است که از چنین ادعایی حمایت کند. برای شروع در اینجا همان موضوع معروف و کلاسیک تفاوت میان همبستگی علیت در کار است. ما واقعا نمیدانیم چطور این آزمایش باعث حاملگی موفق شده است. تنها چیزی که میدانیم این است که یک زن پس از اینکه این آزمایش را انجام داده است با موفقیت باردار شده است. همینطور ما هیچ اطلاعی از نرخ موفقیت این آزمون یا خطرهای احتمالی که ممکن است استفاده از آن به همراه داشته باشد نداریم، چرا که این داستان حتی به یک مورد از تحقیقات دارای بازبینی همرده‌ها در این زمینه اشاره نکرده است. گذشته از آن، این داستان هیچ چیزی به ما درباره هزینه این درمان یا شرکت یا مؤسساتی که از این آزمایش سود اقتصادی میبرند نمیگوید. بدون در اختیار داشتن این اطلاعات ما نمیدانیم این آزمون تا چه حد در دسترس و در اختیار است، یا اینکه آیا زوجی در این داستان مورد اشاره قرار گرفتن از سوی شرکتی که در موفقیت این آزمون سود میبرد تشویق به تعریف داستان خود شدند. سوالهای عمومی برای گزارشگران: این داستان چطور بر کسی که به درمان یا موضوعی که در داستان اشاره شده است نیاز دارد اثر می‌گذارد؟ آیا این داستان یک مورد شخصی و مستقل را به عنوان داده در نظر گرفته است؟ آیا داستان در بیان سودهای بالقوه و خطرات و آسیب‌های احتمالی رعایت اعتدال یا بیان هر دو مورد را کرده است؟ آیا این داستان به طور کافی و کاملی به سرمایه‌گذارهای پشت درمان یا روش تازه اشاره کرده است؟ برعکس مثال بالا، این نمونه از داستانی است که درباره همون موضوع نوشته شده اما همه زوایای اصلی را با دقت پوشش داده است. در این داستان که در سال 2015 روزنامه گاردین آن را منتشر کرد، نویسنده نگاهی متعادل و همه جانبه به درمانی تازه انداخته است که همه بایدها و نبایدهایی که در این فصل اشاره کردیم را مورد توجه و پوشش قرار داده است. تیتر این مطلب چنین است: آزمایش IVF احتمال بارداری را با مشخص کردن پنجره باروری افزایش می‌دهد. این تیتر در حالی که امید را منتقل می‌کند اما از بزرگنمایی موضوع خودداری کرده است. متن نوشته به جای اینکه به داستان موفقیت یک زوج تمرکز کند، وضعیت موجود تحقیقات در مورد این درمان را بررسی کرده و نظرات طیف وسیعی از دانشمندان و متخصصان بالینی را پوشش داده است، چه آنهایی که خود با این تحقیق تازه در ارتباط بودند و چه آنهایی که علاقمند به ارائه این روش تازه هستند. این متن هم از واژه سدشکن برکترو استفاده کرده است، اما آن را در چارچوب و بافتاری مناسب قرار داده است تا از ایجاد شوق زائد خودداری کنید. به جای اینکه این کلمه را در تیتر یا لید مطلب خود استفاده کند، نویسنده در بخش پایانی داستان نقل قولی را از یکی از محققان آورده است که به وضوح نشان می‌دهد این بیان یک دیدگاه است و به طور شفاف و مناسبی نقش آن محقق در تحقیق را نیز بیان کرده است. گرتا نارگاند، مدیر پزشکی خلق باروری که در درمانگاه لندن آن در این طرح مشارکت داشته، میگوید ضعیفترین حلقه در یک IVF احتمال شکست کاشت رویان است. من معتقدم این روش واقعا در این زمینه سدشکن است. داستان در ادامه به گزارش محدودیت‌های این روش و توضیح پایه‌ای علمی که این روش بر آن کار می‌کند می‌پردازد و همینطور مؤسساتی را که هزینه این تحقیقات را دادند به مخاطب معرفی می‌کند. همانطور که این دو مثال نشان می‌دهند، داستان‌های مربوط به سلامت نباید نقش بیانیه‌های مطبوعاتی را بازی کنند. آنها نباید خوانندگان را تنها با ارائه بخشی از داده‌ها تشویق به خرید محصول یا استفاده از درمانی کنند، بلکه باید با در اختیار قرار دادن دسترسی به مدارک موجود
نگاهی جامع و همه جانبه به خطرات و آسیب‌های احتمالی را نیز در اختیار مخاطبانشان قرار دهند. مسیریابی در میان منابع و روابط عمومی‌ها. بر اساس گزارشی که در سال 2019 از سوی اداره کار ایالات متحده منتشر شده است، به ازای هر روزنامه‌نگار 6 نفر به طور حرفه‌ای در بخش روابط عمومی فعالیت می‌کنند و این نسبت در حال افزایش هم هست. در 2 دهه پیش به ازای هر گزارشگر 2 نفر فعال حرفه‌ای روابط عمومی به فعالیت مشغول بودند. سازمان بیمارستان‌ها، شرکت‌های نوپا، استارتاپ و سایر شرکت‌های تجاری در حوزه سلامت ماشین روابط عمومی قدرتمندی در اختیار دارند. ویراستارها و گزارشگران باید بتوانند مسیر و تعامل خود با نیروهای روابط عمومی را به درستی شناسایی و مدیریت کنند. مواردی که از جمله شامل توصیه و پیشنهاد داستان‌هایی که از روابط عمومی به آنها ارائه می‌شود، هماهنگی مصاحبه‌ها، ارائه فرصتی برای نظر دادن و تایید داده‌ها و ارقام پایه‌ای می‌شود. بستگی به سطح گزارشگر این کار ممکن است به بخشی از وظیفه شما در نقش ویراستار بدل شود که به او در مدیریت این تعامل کمک کند. یکی از نخستین گام‌ها و موارد از چنین تعاملاتی مربوط به قبول قرنطینه است. درخواست یا ضرورتی مبنی بر این که اطلاعاتی که با شما به اشتراک گذاشته می شود تا تاریخ مشخص یا تا زمانی که شرایط ویژه‌ای تحقق یابد نباید منتشر شوند. واقعیت: قرنطینه خبر یا گزارش نیازمند توافقی میان روزنامه‌نگار و منبع اطلاعات است. تنها به این دلیل که درون یک ایمیل نوشته شده که محتوای آن قرنطینه است، به این معنی نیست که این موضوعی التزام آور است، مگر اینکه توافقی مکتوب یا شفاهی میان منبع و گزارشگر وجود داشته باشد. اگر گزارشگری به شما گفت فلان موضوع قرنطینه است، حتما از او بپرسید که آیا او با این شرایط موافقت کرده است یا نه. اگر نه، این مسئله برای شما الزام آور نیست. قرنطینه ها می توانند ارزشمند باشند، به خصوص زمانی که به روزنامه‌نگاران فرصت تحقیق درباره داستان و ساخت و توسعه گزارشگری دقیق و جامعی را می دهد. اما افزایش قرنطینه ها ممکن است منجر به بزرگنمایی یا آسیب شود. این مثال تجربه است که من با آن مواجه شدم. یکی از مسئولان روابط عمومی یک شرکت نوپای خدمات سلامت و دانشگاهی خصوصی که برنامه سلامت عمومی معتبری هم داشتند، ایمیلی به من زد و در آن خبرنامه مطبوعاتی قرنطینه‌ای را فرستاد، مبنی بر اینکه این شرکت در طی 24 ساعت آینده آزمونی با مجوز FDA را برای تشخیص کووید 19 در منزل معرفی خواهد کرد. با این وجود مقام‌های اداره نظارت بر غذا و دارو به طور مکرر و در راهنمایی‌های عمومی خود تأکید کرده بودند که هنوز به هیچ آزمون خانگی برای کووید 19 مجوز ندادند. به طور عمومی روزنامه‌نگاران و ویراستاران باید در مورد اعلام محصولات تازه همان برخوردی را داشته باشند که نسبت به هر اعلام دیگری دارند. مدارکی را پیدا کنند که بتوانند از ادعای مطرح شده حمایت کنند. در این مورد این مدرک مجوز FDA بود. با این حساب مشکل این داستان در کجا بود؟ اول اینکه من با قرنطینه بودن این اعلامیه موافقت نکرده بودم. برای همین هم هیچ مسئولیتی برای رعایت آن بر دوش من نبود. دوم اینکه بحث قبلی ما درباره تفاوت میان محصولی که مجوز FDA را دارد با محصولی که مورد تایید FDA است را به خاطر بیاورید. مطمئن شوید که این تفاوت در اصطلاحات را به گونه‌ای شفاف برای خواننده‌ای که ممکن است از معنی آنها مطلع نباشد توضیح دهید. سوم اینکه چه سندی برای پشتیبانی از این گفته‌ها وجود دارد. اگر چنین مستنداتی وجود ندارد یا کافی نیست یا نمیتوان آنها را تایید کرد یا فاقد بخشی از اطلاعات کلیدی هستند یا در دسترس نیست، پس FDA باید بتواند در مورد آن نظر بدهد و آن را تایید کند. در نقش ویراستار اگر پیشنهاد نوشتن داستانی بر مبنای چنین خبرنامه‌ای به میز شما رسید، چند سوالی را باید از گزارشگر خود بپرسید. آیا دلیلی وجود دارد که باور کنیم این شرکت میتواند این مجوز را تا زمانی که این قرنطینه مصنوعی برداشته شود به دست آورد؟ و چرا؟ آیا این شرکت در حال ایجاد یا مشارکت در تولید شور و بزرگنمایی بی‌پشتوانه درباره این موضوع است؟ و اگر اینطور است آیا ارزشش را دارد که با نوشتن داستانی توجه مردم را به این موضوع جلب کنیم؟ آیا این شرکت با فروش آزمونی فاقد مجوز FDA آسیبی به مردم میزند؟ اگر پاسخ به پرسش اول مثبت بود، باید این موضوع را در نظر بگیرید که انتشار داستان را تا زمانی که مجوز خود را به طور رسمی دریافت کند متوقف کنید. اگر پاسخ به هر یک از 2 سوال بعدی مثبت بود، نوشتن داستانی بدون توجه به قرنطینه را در نظر بگیرید که مشخصاً شرکت را مورد خطاب قرار داده و منظور آنها را بیان کند. در نقش ویراستار می توانید به گزارشگر خود کمک کنید که در این باره تصمیم بگیرد.
تصمیمی که در عین حال باید در آن ارزش حفظ رابطه با آن شرکت، دانشگاه یا شخص روابط عمومی دخیل در این ماجرا را هم در نظر گرفت. سوالهای عمومی برای گزارشگران: آیا درک کاملی از قرنطینه ارائه شده دارید و احساس می‌کنید می‌توانید درون محدودیت‌های اعمال شده آن گزارش خوبی را تهیه کنید؟ آیا درک درستی از محدودیت‌های بیانیه مطبوعاتی دارید و راهبردی شفاف برای بررسی و پاسخ دادن به این محدودیت‌ها دارید؟ آیا افراد روابط عمومی به شما پیشنهاد تماس مستقیم با منبع برای پیگیری سوالها و سوالهای تکمیلی و راستی آزمایی را می‌دهند؟ اگر نه، آیا احساس راحتی می‌کنید که این خواسته‌ها را به شخص روابط عمومی منتقل کنید؟ اگر داستان منفی یا انتقادی باشد، آیا گزارشگر شما احساس راحتی می‌کند که بخشی از عناصر داستان خود را با مسئول روابط عمومی یا منبع خود با هدف راستی آزمایی و دادن فرصت پاسخگویی به نقدها به اشتراک بگذارد؟ مرورهای پیش از انتشار. یکی دیگر از بخش‌های پیچیده فرایند گزارشگری و ویراستاری این است که انتخاب کنیم کدام اطلاعات باید پیش از انتشار با افراد روابط عمومی و منابع به اشتراک گذاشته شود. این بخش‌ها می‌تواند از نگاهی به عناصر اصلی داستان، نقل قول‌ها، بخش‌های منتخبی از داستان یا جمله و گزاره‌ای از متن باشد که درون آن داده‌ها واقعیت‌هایی بیان شده است. در حوزه سلامت به سادگی ممکن است یک نقل قول بد برداشت شود، به اشتباه نسبت داده شده یا در موقعیتی خارج از بافتار و چارچوب نقل شود. برای اطمینان از اینکه یک نقل قول مشخص یا عنصری از داستان ما دقیق است، بسیاری از گزارشگران تصمیم می‌گیرند که بخش‌هایی از داستانشان را پیش از انتشار در اختیار منابع خود قرار داده تا از دقت آن مطمئن شوند. این روشی است که رو به افزایش هم هست و دلیل آن هم به کاهش و حذف نیروهای راستی آزما در رسانه‌ها به دلیل کاهش بودجه مربوط می‌شود. به طور روزافزونی افراد روابط عمومی از اینکه گزارشگران را به طور مستقیم با منابعی که امکان مصاحبه با آنها را فراهم می‌کنند نظیر محققان، افراد بالینی، تحلیلگران و کارآفرینان در تماس قرار دهند می‌روند. به جای آن اینکه افراد روابط عمومی هستند که کنفرانس‌ها و تماس‌های تلفنی را ترتیب می‌دهند، ایمیل‌ها و تلفن‌ها را سامان داده و به پاسخ‌های پیگیری و درخواست‌های راستی آزمایی پاسخ می‌دهند. این روندی به وضوح مشکل‌ساز است. نه فقط به این دلیل که فرآیند راستی آزمایی را سخت‌تر کرده و گاهی مانع از این می‌شود که گزارشگران سوال‌های سختی بپرسند، بلکه به این دلیل که میان شما و منبع شما واسطه‌ای قرار می‌دهد. گزارشگران خود را تشویق کنید که از روابط عمومی بخواهند شما را به طور مستقیم با منابع در تماس قرار دهند. وقتی داستانی منفی یا انتقادی است، اینکه بخش‌هایی از داستان را با منابع خود یا روابط عمومی آن سازمان پیش از انتشار در میان بگذارید امری رایج است. هم برای اینکه جلو شگفت زده شدن آنها پس از انتشار را بگیرید و هم برای اینکه فرصتی برای پاسخ به نقدها در اختیار آنها قرار دهید. اگر بخش‌هایی از یک داستان انتقادی را پیش از انتشار با منابع یا مسئولان روابط عمومی آن به اشتراک نگذارید، ممکن است شاهد پاسخ‌های تند و تهدیدهای عصبانی آنها بوده و همچنین آنها در آینده از به اشتراک گذاشتن اطلاعات مهم با گزارشگر شما خودداری کنند. البته که این به این معنا نیست که گزارشگران باید کل پیش‌نویس داستانشان را برای افراد روابط عمومی یا منابع خود ارسال کنند، چون این کاری ممکن است منجر به این شود که بخش مهمی از داستان به شکل بی‌دلیلی حذف شود. برای همین برخی از گزارشگران ممکن است برای انتخاب این که چه بخش‌هایی از گزارش باید پیش از انتشار در اختیار منابع قرار بگیرد به کمک شما نیاز داشته باشند. برخی دیگر از گزارشگران ممکن است به مدیریت کردن این فرآیند به تنهایی عادت داشته باشند. به همین دلیل مطمئن شوید که زمان کافی را در برنامه ویرایش داستان برای این راستی آزمایی و پیگیری ها در نظر گرفتید. بعد از اینکه داستانی منتشر شد، ممکن است افراد روابط عمومی یا منابع از شما بخواهند تا تصحیحی بر آن نوشته شده، تغییری در آن صورت گیرد یا بخشی از آن حذف شود. مراقب باشید، اینها در رده درخواست‌هایی است که نباید همیشه به آنها پاسخ مثبت داد، به خصوص زمانی که این درخواست‌ها ارتباطی با صحت و واقعیت اطلاعات ندارند. برخی اوقات افراد روابط عمومی از شما می‌خواهند که عناصر و بخش‌هایی از داستان، به خصوص آنهایی که نسبت به شرکت و مؤسسه آنها موضع انتقادی دارند را حذف کنید یا جمله‌بندی انتقادی به کار رفته در آنها را نرم‌تر کرده یا حتی نقل قول‌هایی از منابع خود را تغییر دهید. با گزارشگران خود همکاری کنید تا این درخواست‌ها را بررسی کرده و به جای تمرکز به ترجیحات شخصی یا درخواست‌های موردی بی ربط، تمرکز خود را بر خطاهای احتمالی قرار دهید. تحقیقات بازبینی همرده‌ها و آزمون‌های بالینی. نقش تحقیقات پزشکی در گزارشگری سلامت مشابه نقشی است که خمیرمایه در پخت نان دارد.
تقریبا همه داستان‌ها وابسته به تحقیقات پزشکی هستند و اگر این تحقیقات از داستان حذف شود داستان فرو می‌ریزد. بخش بزرگی از تحقیقات پزشکی حاصل فرایند بازبینی همرده هاست، فرایندی که در آن یک تحقیق توسط متخصصان دیگری در همان رشته مورد بررسی قرار می‌گیرد. این چندان بی‌شباهت به نقشی نیست که ویراستاران داستان‌های سلامت بازی می‌کنند. بازبینی همرده‌ها به راستی آزمایی و نقد یک تحقیق پزشکی می‌پردازد تا ادعاهای مطرح شده در آن را تایید و محدودیت‌های اصلی و تضاد منافع موجود در آن را شناسایی کند. نتیجه روند مقاله‌ای است که در یک ژورنال پزشکی یا علمی منتشر می‌شود. فرایند بازبینی همرده‌ها بهترین سپر محافظ موجود در برابر مطالعات پرخطا، تبلیغاتی یا مواردی است که به هدف خدمت و سودرسانی به شخص انجام می‌شود. اما این فرایند خالی از خطا هم نیست. درک محدودیت‌های فرایند بازبینی همرده‌ها باعث می‌شود شما قادر باشید درباره اینکه چطور باید یک داستان را قاب‌بندی یا ارائه کرد تصمیم‌های مهمی اتخاذ کنید. همینطور درباره اینکه گزارشگران باید از چه نوع زبانی برای توصیف آن استفاده کرده و چه داده‌هایی باید درون آن گنجانده شود. واژگان کلیدی: خطای مطلق، احتمال وقوع یک نتیجه، کارآزمایی بالینی، مطالعات تحقیقاتی که برای بررسی کارایی یک مداخله پزشکی یا رفتاری روی افراد صورت می‌گیرد. تضاد منافع، شرایطی که در آن قضاوت حرفه‌ای یک محقق ممکن است به خاطر تضاد منافع شخصی یا مالی تحت تاثیر قرار گرفته باشد. فاش‌سازی، بخشی از مطالعه بازبینی شده توسط همرده‌ها که در آن محققان هر نوع تضاد منافع احتمالی را بیان می‌کنند. اثر بخشی، یعنی یک درمان مشخص تا چه اندازه در ایجاد خروجی و اثر مورد نظر موفق بوده است. اندازه تأثیر، میزان تفاوت نتیجه میان گروه‌هایی که درمانی به آنها تجویز شده است. نقاط پایانی، نتایج اولیه‌ای که یک کارآزمایی بالینی برای بررسی آن طراحی شده است. بازبینی همرده‌ها، فرایندی که تحقیق یک محقق یا نویسنده را برای سنجش دقیق و ارزیابی سختگیرانه کارشناسی در اختیار کارشناسان دیگری در آن حوزه قرار می‌دهد که به طور مستقیم در آن تحقیق مشارکت نداشتند. ژورنال بازبینی همرده‌ها، ژورنالی که تنها تحقیقاتی را منتشر می‌کند که توسط همرده‌ها بازبینی شده است. پیشانشر، مقاله تحقیقاتی که پیش از آن که تحت بازبینی همرده‌ها قرار گرفته باشد در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و معمولاً بعدتر در ژورنالی پزشکی یا علمی منتشر می‌شود. خطر نسبی، احتمال این که برای گروهی مشخص از افراد اتفاقی رخ دهد در مقایسه با احتمال رخ دادن همان اتفاق برای گروهی دیگر از مردم که ممکن است رفتار، شرایط فیزیکی یا محیطی متفاوتی داشته باشند. انگ یا آستیگما، اعمال تبعیض علیه یک شخص یا رفتار بر اساس ویژگی‌های پیش‌فرض، رفتارهای پیش‌فرض یا باورهایی که درباره آن شخصیت‌ها یا رفتارها وجود دارد. متخصص بیرونی، محققی ماهر، متخصص بالینی یا متخصصان دیگری که به این دلیل که به طور مستقیم در آن مطالعه یا کار مشارکت نداشتند می‌توانند یک مطالعه تحقیقاتی، یک گزارش یا سایر یافته‌ها را ارزیابی کنند. برای شروع به یاد داشته باشید که همه ژورنال‌های پزشکی به صورت یکسان و برابر خلق نشدند. برخی از آنها به نام ژورنال‌های یغماگر یا شکارچی شناخته می‌شوند. این ژورنال‌هایی هستند که به شکار محققان دانشگاهی می‌پردازند که برای پیشرفت در حوزه کاری خود نیاز به انتشار مقاله دارند. این ژورنال‌ها به دلیل کیفیت پایین مقاله‌ها و بازبینی حداقلی یا حتی فقدان بازبینی و مرور همرده‌ها هستند. اینها چند نمونه از این ژورنال‌ها هستند. فهرست کاملتری از آنها را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید. predatoryjournal.com American International Journal of Contemporary Scientific Research, American Journal of Advanced Drug Delivery, Annals of Clinical Case Reports, Clinics and Surgery, European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Science. در تضاد با این ژورنال ها برخی دیگر از ژورنال ها فرایند سختگیرانه ای از بازبینی را برای پذیرش مقاله دارند و به دلیل استاندارد و اعتبار بالایی که دارند در جامعه علمی مورد احترام هستند. از جمله این ژورنال ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: Annals of Internal Medicine, The Journal of the American Medical Association, The New England Journal of Medicine, The Lancet, Nature Medicine. با این حساب ممکن است کسی فرض کند که اگر تحقیقی در یکی از این ژورنال‌های معتبر و بزرگ منتشر شد حتما باید تحقیق و مطالعه‌ای بسیار معتبر باشد.
چون این فرضی غلط است. مطالعات در بازه‌ای پیوسته و میان دو نقطه ضعیف و قوی قرار می‌گیرند و اینکه کجای این طیف باشند وابسته به مجموعه‌ای از عوامل مختلف است، از جمله تعداد افرادی که در آزمایش و کارآزمایی بالینی شرکت داشتند، ترکیب جمعیتی آنها و طراحی تحقیق. به طور عمومی هر چقدر تحقیقی بزرگتر در شرایط کنترل شده دقیق‌تر و طولانی‌تر صورت گرفته باشد، احتمالاً تحقیقی قوی‌تر خواهد بود. اینها برخی از نشانه‌های تحقیقی با کیفیت بالا هستند. تحقیق با حضور تعداد زیادی از افراد با ویژگی‌های جمعیتی متنوع انجام شده است. در بازه زمانی طولانی صورت گرفته است. مطالعه با حضور گروه شاهد انجام شده که در شرایط مشابه روند درمانی را دریافت نکردند. وضعیت افراد را دنبال کرده و پس از پایان مطالعه نگاه گذشته نگر به آزمون داشته است. شرکت کننده ها را به طور تصادفی به گروه آزمون یا گروه شاهد تقسیم کرده است. البته همه تحقیقات از این استانداردهای طلایی پیروی نمی کنند. در واقع انواع مختلفی از تحقیقات وجود دارد که کم و بیش به این بهترین روش پایبند هستند. این تحقیقات را در این طبقه بندی ها قرار می دهند که به ترتیب و از ضعیف تا قوی ترین به این شرح است. گزارش موردی مجموعه‌ای از داستان‌هایی است که عمدتاً از سوی پزشکان جمع‌آوری شده و درباره موردی مشخص و منفرد است و شرایط بیماری و سابقه‌های آنها را بررسی و بیان می‌کند. وقتی این داستان‌ها مربوط به تعدادی از بیماران با علائم و عوارض یا تاریخچه یکسان باشند، به این گزارش مجموعه گزارش‌های موردی یا مجموعه گزارش‌ها می‌گویند. این گزارش‌ها نمی‌تواند هیچ علیتی را ثابت کند، بلکه پدیده یا مشاهده‌ای را توصیف می‌کند. مطالعات مورد شاهدی. این مطالعات با یک خروجی و نتیجه مشخص آغاز می شود و در زمان به گذشته نگاه می کند و دو گروه از افراد را مقایسه می کند تا بفهمد چه عواملی ممکن است در ایجاد نتیجه فعلی اثرگذار بوده باشد. برای مثال، محققانی که شاهد نرخ بالای ابتلا به آسم در یک جامعه مشخص بودند، ممکن است جمعیت دارای ابتلا بالاتر به آسم را با اجتماعی که نرخ ابتلای پایینتری به آسم دارد مقایسه کنند. آنها ممکن است به مطالعه دو گروه بپردازند تا درکی از رفتارهای پیشین و عوامل محیطی آنها که ممکن است در به وجود آمدن شرایط متفاوت فعلی آنها تأثیر داشته است پی ببرند. مطالعات همگروهی یا کوهورت که به نام مطالعات بالقوه هم معروف هستند، با پیگیری وضعیت چندین گروه همگروه‌ها در طول بازه زمانی و مقایسه نتیجه و شرایط آن نسبت به یکدیگر طراحی و اجرا می‌شود. در تضاد با مطالعات مورد شاهدی که بررسی خود را به شکل معکوس در زمان انجام می‌دهد، این تحقیقات در طول زمان و رو به جلو صورت می‌گیرند و آینده نگرند. برای مثال، محققان ممکن است کار خود را با دو گروه جمعیتی آغاز کنند که نرخ پایین از آسم دارند و سپس در طول زمان در بازه‌های زمانی منظم در طول بازه‌ای طولانی و شاید چند ساله یا چند دهه آنها را بررسی کنند تا ببیند آیا یکی از آنها تغییر بارزی از نظر ابتلا به آسم نشان می‌دهند یا نه. کارآزمایی‌های تصادفی تحت کنترل یا RCT. این آزمون‌ها به طور گسترده‌ای به عنوان استاندارد طلایی در تحقیقات پزشکی به شمار می‌آیند. در این تحقیقات افراد شرکت کننده به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده دارو و دریافت کننده دارونما تقسیم می‌شوند و سپس این دو گروه در طول زمان مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرند. تصادفی بودن در این تحقیقات اهمیت بالایی دارد، چرا که تضمین می‌کند تنها عامل مؤثر در نتیجه نهایی استفاده یا عدم استفاده از داروست. زمانی که امکانش وجود داشته باشد، قوی‌ترین نوع تحقیقات RCT از ویژگی به آن کوری نیز استفاده می‌کنند، به این معنا که در این آزمون‌ها شرکت کنندگان، محققان یا هر دو از اینکه چه گروهی دارو و چه گروهی دارونما گرفته است بی‌خبرند. این مسئله از این جهت باعث تقویت تحقیق می‌شود که اطمینان می‌دهد نه محققان و نه شرکت کنندگان به خاطر انتظاری که از عملکرد دارو دارند تحت تاثیر قرار نگرفته و این مسئله اثری در نتیجه ندارد. مرورهای ساختاری و پراتحلیل‌ها. قوی‌ترین نوع تحلیل‌ها و بررسی‌هایی که در اینجا مورد اشاره قرار می‌دهیم مرورهای ساختاری و پراتحلیل‌ها هستند که به بررسی چندین مطالعه مختلف درباره یک موضوع واحد برای بررسی درمانی مشخص یا هر موضوع دیگری می‌پردازد. برای مثال، محققانی که به دنبال ارزیابی عملکرد برنامه‌های دیجیتال برای کمک به بیماران برای کاهش وزن هستند، ممکن است مجموعه‌ای از مطالعات پیشین که هر کدام به بررسی یک برنامه پرداخته بود را به طور کلی مورد بررسی قرار دهند. با نگاه کردن به این تحقیقات در کنار هم، محققان می‌توانند با استفاده از مدل‌های تحلیل آماری درکی از نحوه عملکرد و کارایی یک روش یا درمان به دست بیاورند. گاهی اوقات برخی از تحسین شده ترین تحریری‌ها هم ممکن است در گزارش تحقیقات اشتباه کنند.
همانطور که در جولای 2020 و در جریان همه‌گیری کووید 19 نیویورک تایمز نمونه از یک مطالعه ضعیف و کوچک را به عنوان تحقیقی بزرگ و کنترل شده معرفی کرد. در آن مقاله گزارشگران سعی کرده بودند تا طبقه‌بندی از شواهد موجود در پشت برخی از درمانهای کووید 19 که بیشترین بحث را در فضای عمومی به خود اختصاص داده بود ارائه دهند. نخستین نسخه این گزارش که بلافاصله و پس از واکنش کارشناسان تغییر کرد 20 درمان مختلف را درون 6 طبقه زیر به ترتیب از بهترین تا بدترین طبقه‌بندی کرده بود. شواهد قوی، شواهد امیدوار کننده، شواهد مختلط مثبت و منفی، نه چندان امیدوار کننده، بی اثر یا زیانبار و شبه علم. به دلیل روشی که این مقاله نوشته و ارائه شده بود، این داستان با نقدهای بسیار زیادی از سوی کادر بالینی و سایر کارشناسان مواجه شد که بسیاری از آنها در رسانه‌های اجتماعی استدلال می‌کردند که تایمز پا را از مرزهای خود فراتر گذاشته است و با انتشار داستانی که به نظر در حال توصیه یا نشاندار کردن درمان‌های آزمایشی است، نقش متخصصان پزشکی را بر عهده گرفته است. به خصوص یکی از نگرانی‌ها درباره این بود که چطور در ابتدا این گزارش درمانی آزمایشگاهی که در مرحله مقدماتی بود و بر اساس پلاسمای خون گرفته شده از بیمارانی که از کووید درمان یافته بودند عمل می‌کرد را طبقه‌بندی کرده بود. در نسخه ابتدایی این داستان این روش درمانی با برچسب مدارک و شواهد امیدوار کننده طبقه‌بندی شده بود. نویسندگان نتایج مثبتی که از کارآزمایی‌های مقدماتی به دست آمده بود را به عنوان پشتیبانی برای ادعای خود مطرح کرده بودند. اما کلمه کارآزمایی در این داستان در واقع معطوف به کارآزمایی‌های بالینی نبود و در عوض به مطالعه موردی محدود اشاره داشت که در طبقه‌بندی تحقیقات پزشکی دومین رده ضعیف به شمار می‌رود. این مطالعه تنها بر روی 39 نفر صورت گرفته بود. طبقه‌بندی چنین روشی با برچسب امیدوار کننده در این مرحله بسیار زود هنگام است، به خصوص زمانی که آن را با آزمون‌های متفاوتی که دیگر روش‌ها پشت سر گذاشته‌اند مقایسه کنید. این کار مثل این می‌ماند که یک نوزاد و یک دانش آموز دبیرستانی را از نظر توان بالقوه آنها در تحصیلات دانشگاهی امیدوار کننده ارزیابی کنید. معلوم است که شما اطلاعات کافی برای بیان چنین گزاره‌ای در اختیار ندارید و این دو اصولاً قابل مقایسه نیستند. برای اینکه انصاف را درباره تایمز رعایت کنیم باید بگویم که این روزنامه پیشتر مقاله‌ای نوشته و در ماه می با تیتر نتایج غیرقطعی در بررسی استفاده از سرمه‌ای نقاهت برای کووید 19 منتشر کرده بود که در آن به طور شفافی درباره محدودیت‌های مطالعه توضیح داده بود و با دقت ضعف‌های آن را توضیح داده و اشاره کرده بود که مدارک فعلی تنها بر مبنای تحقیقی کوچک و مقدماتی است. در داستان مقدماتی آمده بود تحلیل‌های اینچنین با دشواری‌های زیادی همراه است. تنها راهی که می‌توان مطمئن شد که آیا این درمان مؤثر است یا نه این است که در آزمونی به شکل تصادفی به شرکت کنندگان این درمان و به گروه دیگر دارونما داده شود. اما داستان ماه جولای به مقدار کافی توجهات را به این محدودیت‌های کلیدی جلب نمی‌کرد. در نسخه بروز شده از این داستان که در 17 جولای منتشر شد، نویسندگان کلیت برچسب‌های مورد استفاده را تغییر دادند. برای این درمان مربوط به سرم پلاسمای افرادی که در بدنشان آنتیبادی شکل گرفته است، آنها برچسب را از دارای مدارک قوی که به رنگ سبز تیره نشان داده شده بود، به برچسبی با رنگ نارنجی تبدیل کردند که روی آن نوشته شده بود مدارک آزمایشی یا نتایج درهم و غیرقطعی. در این مورد ویراستاد چه کاری را میتوانست انجام دهد؟ حداقل کاری این بود که ویراستاد پیشنهاد میداد تا برچسب بهتری برای درمان پلاسمایی مورد استفاده قرار گیرد، چرا که یک مطالعه کوچک با تعداد افراد اندک به هیچ وجه نمیتواند به عنوان درمانی با مدارک امیدبخش معرفی شود، آن هم برای درمانی که به طور جدی در حد آزمایشی است و این فارغ از احتمال هزینه بالا و غیرقابل دسترس بودن آن برای عموم است. همینطور ویراستار این مطلب میتوانست کلمه کارآزمایی را از بخش توضیح این روش درمانی حذف کند، چرا که این کلمه ممکن است باعث شود تا خواننده به اشتباه گمان کند کارآمدی این روش در مطالعه بالینی خوشساخت و خوش‌طراحی شده همچون یک آزمون و کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده آزمایش شده است. ویراستار نه تنها باید مراقب مثال‌های ارائه شده، داده‌ها و اعداد داستان باشد که حواسش به برداشتی باشد که به طور کلی داستان ممکن است به مخاطبش منتقل کند. فرایند تحقیق. بیایید نگاهی به یکی از روندهای تحقیقاتی مرتبط با این بحث بیاندازیم که عمده محصولات تایید شده امروزی ما آن را پشت سر گذاشته‌اند. کارآزمایی‌های بالینی مطالعات تحقیقاتی هستند که به صورت خصوصی یا با بودجه عمومی تامین هزینه می‌شوند و شامل امتحان کردن روند درمانی آزمایشی بر روی داوطلبان است. این کارآزمایی‌ها معمولاً در مجموعه‌ای از 4 مرحله صورت می‌گیرند
که به هر یک از آنها فاز گفته می شود. هر یک از این فازها هدف ویژه‌ای را دنبال می کنند و به طوری طراحی می شوند که به محققان کمک کنند تا پاسخ پرسش‌های مشخصی را پیدا کنند. ویراستاران باید همانند هر مطالعه پزشکی دیگر از محدودیت‌های کارآزمایی‌های بالینی نیز آگاه باشند. یک محدودیت مهم که به طور خاص درباره کارآزمایی‌های بالینی در مراحل نهایی از آن رنج می‌برند، به طور خاص در ایالات متحده این است که عمده شرکت کنندگان در کارآزمایی مردان سفیدپوست هستند. این مسئله می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم به زیان گروه‌هایی با حضور و نمایش اجتماعی کمتر مانند زنان، سیاه‌پوستان و سایر اقلیت‌های نژادی شود. سوال‌های عمومی برای گزارشگران: بررسی در چه مرحله‌ای از تحقیق یا کارآزمایی بالینی است؟ آیا هم‌رده‌ها آن را بازبینی کرده‌اند؟ محدودیت‌های مطالعه کدام هاست؟ افرادی که کارآزمایی روی آنها صورت می‌گیرد چه کسانی هستند و ترکیب جمعیت شناسی آنها چگونه است؟ متخصصانی در بیرون این تحقیق، کسانی که در این تحقیق درگیر نیستند، درباره آن چه فکر می‌کنند؟ آیا نویسندگان مطالعه دارای تضاد منافع هستند؟ برای مثال به کارآزمایی بالینی توجه کنید که درباره میلوم متعدد که سرطانی است که باعث ایجاد توده‌ای از سلول‌های سرطانی در مغز استخوان می‌شود توجه کنید. آمریکایی‌های سیاه‌پوست 20% مبتلایان به این بیماری را تشکیل می‌دهند و 2 برابر بیشتر از افراد سفیدپوست ممکن است مبتلا به این عارضه شوند. با این وجود از سال 2003 بیماران سیاه‌پوست تنها 5% تعداد شرکت کنندگان در کارآزمایی‌های بالینی مربوط به میلوم متعدد را به خود اختصاص دادند. چطور این کم توجهی به این گروه بر روی این درمان احتمالی اثر خواهد گذاشت؟ بیایید به مثال دیگری نگاه کنیم که به آسم مربوط است. اغلب تحقیقات مربوط به آسم بر روی افرادی با پیشینه تبار اروپایی متمرکز بوده است و این با وجود این واقعیت است که این عارضه در بین سیاه‌پوستان و سایر رنگین پوستان شیوع بیشتری دارد. در برخی از تحقیقات این فرض را مطرح کردند که گروه‌های نژادی مختلف از جمله سفیدپوستان دارای تبار اروپایی دارای جهش‌های ژنتیکی خاصی هستند که بر میزان اثرگذاری درمان روی آنها تأثیر می‌گذارد. مشکل اینجاست که عمده تحقیقات تمرکز خود را تنها روی آن جهش‌های متمرکز می‌کنند که مربوط به سفیدان اروپایی و فرزندان ایشان است. برای مثال، تحقیقی که در سال 2016 در ژورنال ایمینوژنتیک منتشر شد به این نتیجه رسیده بود از میان تمام ژن‌های شناخته شده که در شکل‌گیری آسم دخیل هستند، تنها 5% در افراد سیاه‌پوست وجود دارد. اگر تعداد بیشتری از داوطلبان سیاه‌پوست در فرایند مراحل نهایی کارآزمایی‌های بالینی حضور داشتند، این امکان وجود داشت که محققان بتوانند نمونه ترکیب ژن‌هایی را پیدا کنند که در شکل‌گیری آسم در سیاه‌پوستان اثر بیشتری دارد. در نهایت چنین داده‌هایی می‌تواند به شکل دادن به درمان‌های بهتر طراحی شده و مؤثرتری منجر شود. در کنار مسئله ترکیب جمعیتی، ویراستاران باید به موضوع اندازه تأثیر یک تحقیق هم توجه کنند. این شاخصی است که به گزارشگران اجازه می‌دهد که بتوانند ابعاد و مقیاس تأثیر درمانی تازه را توصیف کنند. برای مثال اگر گزارشگری بگوید دارویی تازه خطر حمله قلبی را نصف می‌کند، باید شک کنید. چون این زبانی این برداشت را ایجاد می‌کند که این دارو دارای اندازه تأثیر 50% است. این عدد فوق‌العاده بزرگی است و چون این دارویی را شایسته لقب صد شکن می‌کند. با این وجود به ندرت پیش می‌آید که چنین چیزی درست باشد. احتمال بیشتری وجود دارد که گزارشگر 2 نوع مختلف از ریسک و خطر را به جای هم اشتباه به کار برده باشد، یعنی خطر نسبی و مطلق. فصل مربوط به آمار در این کتاب با جزئیات بیشتری به این موضوع پرداخته است، اما باید بدانید که خطر مطلق بیان کننده تغییر واقعی است که دارو یا درمانی ممکن است در زندگی بیمار ایجاد کند، اما خطر نسبی به طور ضمنی اشاره به توان بالقوه غیر دقیق و مشخص آن درمان یا دارو دارد. بیایید فرض کنیم که تحقیقی با حضور 2 گروه 100 نفره صورت گرفته است. در گروه اول، گروه شاهد، از 100 نفر 2 نفر دچار حمله قلبی شدند. در گروه دوم، یعنی گروهی که داروی مورد نظر را دریافت کرده است، از 100 نفر تنها 1 نفر دچار حمله قلبی شده است. از نظر ریاضی این که بگوییم که تعداد وقوع حمله‌های قلبی در گروه دوم نصف شده یا 50% کاهش یافته درست است. از 2 به 1 تقلیل یافته است. با این وجود این خطر نسبی است. از دید مطلق میزان کاهش تنها 1 نفر به ازای 100 نفر بوده است. بنابراین خطر مطلق به اندازه 1% کاهش یافته است. این کاهش در یک جمعیت 320 میلیون نفری هنوز هم چشمگیر و قابل توجه است، یعنی چیزی بیش از 3 میلیون نفر، اما قطعاً به معنی نصف این جمعیت نیست. به همین دلیل هم به طور معمول بهتر است به جای تغییرات خطر نسبی میزان تغییر خطر مطلق را مورد اشاره قرار دهیم.
این روش دیگری برای نگاه کردن به این مسئله است که هلت نیوز ریویو آن را پیشنهاد کرده است. این گروه نهادی ناظری است که خود را وقف بررسی ادعاهای مطرح شده در اخبار و داستانهای مربوط به سلامت کرده و توسط گری شویتزر دانشیار معین دانشکده سلامت عمومی دانشگاه مینسوتا مدیریت میشد. این سایت در سال 2018 تعطیل شد. فرض کنید شما یک برگه تخفیف 50% دریافت می‌کنید که روی آن مشخص نشده در چه مواردی می‌توانید از آن استفاده کنید. اگر شما بتوانید از این برگه تخفیف برای مثال در یک جواهر فروشی استفاده کنید، در این صورت با این برگه تخفیف شاید بتوانید صدها هزار دلار صرفه‌جویی و سود کنید. اما اگر این برگه تنها قابل استفاده برای خرید میان وعده‌ای باشد، در این صورت حداکثر میزانی که می‌توانید سود کنید در حد چند دلار است. ارزش واقعی این برگه تخفیف، این که در چه مواردی میتوان از آن استفاده کرد، معادل و بیانگر خطر مطلق است و عدد 50% که روی آن درج شده بیانگر خطر نسبی. خطر نسبی در گزارشگری کمک چندانی نمی‌کند، چون در واقع مربوط به مقایسه‌ای میان دو گروه کاملا مختلف است. برای مثال افراد بی‌تحرک و افراد فعال. خطر مطلق از سوی دیگر بیان می‌کند که احتمال رخ دادن رویدادی تحت شرایط مشخص چقدر است. 4 فاز مطالعات تحقیقاتی. اکثر اوقات محققان درباره این فازهای تحقیقاتی چنین صحبت می‌کنند که گویی مفهوم آنها به طور گسترده‌ای در سطح جامعه شناخته شده است. با وجودی که نامحتمل است که عمده مردم از تفاوت این فازها آگاه باشند، اما شما باید این تفاوت‌ها را بشناسید تا بتوانید زبان و کلام تخصصی تحقیقات را به مفهوم و کلامی معنیدار برای مخاطبان خود ترجمه کنید. فاز 1. در فاز اول محققان برای نخستین بار به آزمایش روی ابتکاری تازه می‌پردازند و معمولاً این فاز روی گروه بسیار کوچکی از مردم بین 20 تا 80 نفر صورت می‌گیرد. هدف اصلی از این تحقیق صرفاً این است که میزان امنیت این روش مداخله را تعیین کرده و اثرات جنبی آن را شناسایی کنند و نه اینکه تشخیص دهد آیا این روش کارا هست و می‌تواند عارضه‌ای را درمان کند یا نه. به طور عمومی ویراستاران شاید لازم باشد گزارشگران را نسبت به پوشش تحقیقات فاز اول برحذر دارند، چرا که عمده تحقیقات پیش از اینکه به بازار برسند در این فاز با شکست مواجه می‌شوند. فاز 2. در این فاز که ممکن است در مواردی نادر ارزش پوشش خبری داشته باشد، محققان روش مداخله گرانه خود را روی گروهی بزرگتر 100 تا 300 نفر آزمایش می‌کنند تا میزان اثرگذاری دارو را بررسی کرده و همچنین تحقیق درباره میزان ایمنی آن را ادامه دهند. من اینجا این را با تحقیقات معروف به مطالعه موردی در تحقیقات بازبینی همرده مقایسه می‌کنم. در فاز 2 همانند مطالعات موردی نتایج شامل مقایسه اثر روش با درمان‌های دیگر نیست. در نتیجه این مرحله از تحقیقات هیچ سرنخی از این که این درمان یا روش مداخله تازه آیا برتری نسبت به روش‌های دیگر درمان آن مسئله دارند یا نه در اختیار ما نمی‌گذارد. در این مرحله اما آنها می‌توانند به ما بگویند که این روش مداخله آیا در مقایسه با هیچ مداخله دیگری مؤثر است یا نه. در سال 2010 درصد دارو و درمان‌هایی که توانستند با موفقیت از این فاز عبور کنند تنها 18% کل موارد بود. البته برخی از تخمین‌ها این حدس را مطرح کردند که این عدد افزایش یافته و در سال 2015 به حدود 31% رسیده است. فاز 3. در فاز 3 محققان روش درمانی یا دارو را روی جمعیتی بین 300 تا 3000 نفر آزمایش می‌کنند. در این مرحله ممکن است محققان به مقایسه میان اثر این روش تازه با روش‌های جایگزین پیشین بپردازند، به این معنی که این تحقیق می‌تواند به شکل کارآزمایی تصادفی تحت کنترل و با حضور گروه شاهد برگزار شود. به طور معمول در این مرحله است که درمانی تازه را تایید کرده و آن را برای عموم قابل دسترسی می‌کند و همین هم فاز 3 را به محوری‌ترین بخش از تحقیقات بالینی بدل می‌کند. با این وجود نباید کسی به دام بزرگنمایی و شروع اشتیاق این مرحله بیفتد. مطمئن شوید که گزارشگران شما فاز 3 کارآزمایی بالینی را با توضیح و بحث دقیق و کامل درباره همه یافته‌های مربوط به اثرات جنبی زیانبار، هزینه‌ها و همچنین نتایج غیر درخشان آن گزارش کنند. فاز 4. بعد از اینکه دارویی وارد بازار شد، فاز 4 به بررسی و دنبال کردن داده‌های ایمنی آن و هنگامی که توسط عموم مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌پردازد. اغلب پوشش مربوط به کارآزمایی‌های بالینی به طور درست و مناسبی به فاز 3 اختصاص می‌یابند. مثالی از یک پوشش مناسب درباره این مرحله از تحقیقات را می‌توانید در گزارشی که بایوفارمادایو درباره درمانی به نام اسکتامین برای افسردگی که در آن زمان در مرحله آزمایشی بود و الان تایید شده است منتشر کرد ببینید. این درمان نوعی افشانه بینی بود که از سوی شرکت جانسون و جانسون طراحی و تولید شده بود.
برای این داستان ناشر از این تیتر استفاده کرد: داروی ضد افسردگی مبتنی بر کتامین جانسون و جانسون نتایج مختلفی را در فاز 3 به دست آورده است. در این تیتر از بزرگنمایی مثبت و همینطور هراس‌افکنی خودداری شده بود و این تیتر از همان تعادلی استفاده کرده بود که انتظار دارید در داستان‌های مربوط به پزشکی ببینید. انتخاب این تیتر انتخابی درست و قابل دفاع بود. این دارو در کارآزمایی بالینی فاز 3 نشان داده بود که میتواند به طور قابل توجهی نشانگان و عوارض افسردگی را مهار و محدود کند. فاز 3 این کارآزمایی از گروه بزرگی از افراد تشکیل شده بود که به درمانهای دیگر پاسخ مثبتی نداده بودند. با این وجود وقتی نوبت به گروهی از افراد چالش برانگیزتر مطالعه، یعنی افراد مسن‌تر رسیده بود، این بررسی نتوانسته بود نشان دهد که برای این گروه خاص این درمان سود مشخص یا واضحی نسبت به گروه مشابهی که آن را دریافت نکرده بودند دارد. ویراستارها باید به طور خاص نسبت به تیترهای مربوط به کارآزمایی‌های بالینی هوشیار و محتاط باشند. برخی اوقات تغییری جزئی میتواند باعث شود تا یک تیتر به تیتری گمراه کننده یا کاملا غلط تبدیل شود. برای مثال ممکن است کسی در این مورد وسوسه شود که از کلمه موفق در توصیف نتایج اسکتامین استفاده کند، چون برخی اما نه همه این آزمون واقعا موفق بوده است. از آنجایی که تیترها وزن فوق‌العاده سنگینی در تاثیرگذاری را بر دوش خود دارند و به طور جدی بر برداشت مخاطب اثر می‌گذارند، باید مراقب بود تا از بزرگنمایی نتایج خودداری کرد. ویراستاران همینطور باید نسبت به مسئله تضاد منافع بالقوه هوشیار باشند، منافعی که ممکن است در طراحی، روند و خروجی یک تحقیق نقش بازی کرده باشند. بسیاری از کارآزمایی‌های بالینی در مورد داروها و درمان‌هایی انجام می‌شوند که از سوی خود شرکت‌های داروسازی تأمین هزینه شده است و این به معنی آن است که روزنامه‌نگاران باید با احتیاط مضاعف به بررسی آنها بپردازند. برای مثال، شرکت تحقیق و توسعه جانسون شرکت زیست‌فناوری است که طراحی و سرمایه‌گذاری در تحقیق مربوط به اسکتامین را بر عهده داشته است. این شرکت متعلق به شرکت جانسون و جانسون است که خود تولید کننده دارویی است که مورد آزمون قرار گرفته است. در بخش فاج‌سازی مربوط به این مطالعه که در مورد این ژورنال خاص زیر برچسب اطلاعات مربوط به مقاله درج شده است، 2/3 نویسندگان به عنوان کارمندان جانسون معرفی شدند. اگرچه این تحقیق طراحی خوبی داشت و برخی از مراقبت‌ها برای جلوگیری از سوگیری‌های متفاوت درباره آن اعمال شده بود، اما وجود تضاد منافع بالقوه غیرقابل انکار است و باید به طور شفاف به مخاطب توضیح داده شود. اغلب اوقات گزارشگران برای اطلاع از چشمانداز آنها نسبت به دارو یا درمانی تازه به تحلیلگران، افراد دانشگاهی یا محققان مستقل از تحقیق مراجعه می‌کنند. این رویکردی هوشمندانه و قابل دفاع برای روزنامه‌نگاران است، اما در حوزه‌ای که در آن همکاری‌ها، تضادها و رقابت‌ها بیداد می‌کند، مراقب باشید اگر تایید دارو یا درمانی ویژه موجب سودی برای تحلیلگران شود، ممکن است این موضوع بر نظر آنها تأثیر بگذارد. رندی هرناندز، ویراستار بخش سرطانشناسی در ژورنال کانسر تراپی ادوایزر، میگوید درست است که برخی از تحلیلگران ممکن است دارای درجه دکترای تخصصی و درجات پزشکی باشند یا برخی از آنها درک عمیقی از علمی که از پیش‌بینی‌ها حمایت می‌کند داشته باشند. اما با این وجود وقتی در مورد موضوعی نظر می‌دهند که می‌تواند تأثیری بر قیمت سهام یک شرکت داشته باشد، شما نمی‌توانید به طور کامل از انگیزه‌های آنها باخبر باشید. با وجودی که ممکن است به نظر توصیه‌ای بدیهی برای ویرایش به شما رسد، اما به طور مضاعفی اطمینان حاصل کنید که گزارشگران بیانات تحلیلگران را راستی آزمایی کرده و آنها را تشویق کنید که همه داده‌های مرتبط را درون داستان آورده و نقل قول‌ها را درون بافتار مناسبی قرار دهند. بانک‌ها یا سرورهای پیشانشر، مطالعات تحقیقاتی و فرآیند انتشار آنها به کند بودن و آهسته بودن مشهور هستند. ژورنال‌ها باید مقالات رسیده را بررسی کرده و آنها را از فرآیند بازبینی هم‌رده‌ها و فرآیند انتشار بگذرانند. در طول این مدت معمولاً محققان از بحث درباره تحقیقات خود با دیگران منع می‌شوند و در عوض زمانی که مقاله منتشر شد مورد شناسایی و معرفی و تبلیغ قرار می‌گیرند. در برخی از موارد مانند زمانی که رویدادی مربوط به سلامت عمومی در حالت اضطراری و اورژانس در جریان است، مانند زمانی که با بحران همه‌گیری کرونا مواجه بودیم، ممکن است محققان تصمیم بگیرند یافته‌های تحقیقی خود را بیرون از فرآیند بازبینی هم‌رده‌ها منتشر کنند. چون این مقالاتی را معمولاً میتوان در فضاهایی که به نام سرورهای پیشانشر معروف هستند پیدا کرد. اینها بانک‌های اطلاعاتی و ذخیره‌گاه‌های آنلاینی هستند که از مطالعات و داده‌های مربوط به مقالاتی که هنوز از سوی ژورنال‌های سنتی یا آکادمیک مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند میزبانی می‌کنند. به جای سپری کردن فرآیند بازبینی هم‌رده‌ها، مقاله‌های پیشانشر معمولاً تنها از نظر تقلب علمی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
اگرچه در برخی از موارد ممکن است برخی از بررسی‌ها و پیش نیازهای بررسی را پشت سر بگذارند. از آنجایی که مقاله‌های پیشانش به طور دقیق و عمیق مورد بررسی قرار نگرفتند، اگر گزارشگر شما تصمیم به پوشش دادن آنها گرفت، باید دقت و احتیاط بیشتری را در پیش بگیرید. مطمئن شوید که بافتار و چارچوب دقیق و مناسب را برای مخاطبان خود توضیح داده باشید. عجیب نبود وقتی این مقاله‌های پیشانش در دوران همه‌گیری باعث بروز برخی از آشفتگی‌ها در فضای عمومی می‌شد، چرا که محققان با سرعتی نفسگیر مشغول انتشار یافته‌های خود بودند. ریچارد سور، یکی از بنیانگذاران دو مورد از محبوبترین این سرورها یعنی بایورکسیو و مدرکسیو به نیچر نیوز که یکی از بزرگترین ناشران مقاله‌های دارای بازبینی هم‌رده‌هاست، گفت ما ادعاهای دیوانه‌وار و پیش‌بینی‌های غریبی درباره چیزهایی که ممکن است منجر به درمان کووید 19 بشود را مشاهده کردیم. یکی از مطالعات پیشانش که مناقشه‌های زیادی را باعث شد، مقاله‌ای بود که از سوی گروهی از محققان دانشگاه استنفورد نوشته و در آن ادعا شده بود تعداد واقعی مبتلایان به کووید 19 در منطقه سانتا کلارا در کالیفرنیا 50 تا 85 برابر تعداد رسمی اعلام شده در آن منطقه است. یافته‌های این مقاله که در مدرکسیو منتشر شده بود از سوی کارشناسان سلامت عمومی مورد انتقاد و مخالفت قرار گرفت. گروهی از متخصصان مستقل از دانشکده سلامت عمومی در دانشگاه جان هاپکینز که اصولاً برای بررسی سیر تحقیقات پیشانش مربوط به کووید شکل گرفته بودند، مشخص کردند که این مقاله پیشانش فاقد مدارک و داده‌های لازم برای تایید و حمایت از چنین ادعای مهم و بزرگی است. به انگ و استیگما دامن نزنید. اینکه اطمینان حاصل کنیم که گزارشگران با دقت و سختگیری علم مورد اشاره در داستان را بررسی کردند، یکی از راه‌های جلوگیری از ایجاد آسیب به مردم است. یکی از روش‌های جلوگیری از ایجاد آسیب این است که موضوعات حساس را با دقت بیشتری ویرایش کنیم. این موضوعات از جمله شامل مواردی مانند خودکشی، استفاده بیش از اندازه از دارو یا اووردوز و درمان‌های آن، بیخانمان‌ها، ناتوانی و معلولیت، رویدادهای آسیب رسان یا تروما، خشونت‌های جنسی و بیماری‌های ذهنی می‌شود. اما تنها به این موارد محدود نمی‌ماند. زبان و کلام مورد استفاده شده مهم است. استفاده از انتخاب واژگان درست و جمله‌بندی با کلمات درست یا اشتباه می‌تواند منجر به این شود که کسی تصمیم بگیرد در موردی کمک بگیرد یا از کمک خواستن سر باز بزند. این موضوعی است که به طور خاص در تیترها اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. جایی که ویراستاران باید شفافیت و خلاصه‌گویی را به تعادل برسانند. گاهی اوقات اما بهترین انتخاب کلمات و تیترها و شاید کوتاه‌ترین آنها نباشند. برای مثال کلمه معتاد معمولا در تیترها برای توصیف افرادی استفاده می‌شوند که از داروی خاص به طور منظم استفاده می‌کنند. موادی مانند محصولات تریاکی، کوکائین، هروئین یا متامفتامین. با این وجود کسی که از دارویی استفاده می‌کند قطعاً زندگی و حیاتی بیرون از دایره آن داروها نیز دارد و استفاده از واژه معتاد باعث می‌شود که آنها تنها به واسطه استفاده خود از آن دارو تعریف شوند و به آن ویژگی کاسته شوند. به طور مشابه برخی از متخصصان و فعالان ترجیح می‌دهند به جای واژه سوء مصرف یا ابیوز در مورد استفاده از داروها از واژه استفاده زیاد یا بیش از حد آوراز استفاده کنند، چرا که سوء مصرف نوعی بار قضاوت و نگاه اخلاقی را در خود دارد. یکی دیگر از مثال‌های استفاده از واژه‌ها یا اصطلاحات خاص درباره خودکشی است. یکی از رایج‌ترین ترکیباتی که برای توصیف مرگ کسانی که به زندگی خود پایان میدن ارتکاب به خودکشی است. این ترکیب به مخاطب شما مفهومی از ارتکاب به جرم را منتقل می‌کند، در حالی که واقعیت این است که در اکثر موارد خودکشی حاصل دست و پنجه نرم کردن طولانی و سخت با بیماری‌های ذهنی و روانی است. عبارتی بهتر شاید مرگ به واسطه خودکشی باشد. نکته مهم دیگر در زمانی که داستانی درباره خودکشی را ویرایش می‌کنید این است که اطمینان حاصل کنید که گزارشگران فرآیندی که منجر به مرگ فرد شده است را با جزئیات توصیف نکنند. چندین مطالعه بازبینی شده توسط هم‌رده‌ها مدارک و شواهد قابل توجهی از وجود پدیده‌ای به نام اثر تقلیدی را آشکار ساختند. به این معنی که بعد از اینکه یک خودکشی به طور وسیع و گسترده مورد بحث قرار گرفته و مورد تبلیغ قرار می‌گیرد، خوشه‌ای از خودکشی‌های مشابه اتفاق می‌افتد که افراد از روش فردی که خبر اول درباره او منتشر شده بود تقلید کردند. لونا گرینشتاین در یادداشتی که در سال 2018 برای اتحاد ملی درباره بیماری‌های ذهنی نوشت اشاره می‌کند اینکه چطور درباره خودکشی حرف بزنیم، بنویسیم و گزارش کنیم اهمیت دارد. برای کسی که ممکن است به فکر خودکشی افتاده باشد، این احتمال وجود دارد که چنین گزارشی که در آن جزئیات فرآیند خودکشی مورد اشاره قرار گرفته است یا ترسیم دقیقی از توضیح فرآیند مرگ فرد داشته یا روش استفاده برای مرگ را توضیح داده باشد، باعث شود تا او تصمیم بگیرد این فکر را به عمل بدل کند.
زمانی که در سال 2018 کیت اسپت طراح مد به واسطه خودکشی درگذشت، تعدادی از رسانه‌ها توصیفات دقیقی از نحوه مرگ او را ترسیم و بیان کردند، از جمله روش و محتوای یادداشت خودکشی که او از خود به جا گذاشته بود و تصاویری که بدن او را در حال انتقال و روی برانکارد نشان میداد به همراه تیترهایی که روش مرگ را توصیف میکرد. وبسایت گزارشگری درباره خودکشی فهرستی از بایدها و نبایدهای گزارشگری درباره خودکشی را از قول متخصصان مختلف تهیه و برای استفاده گزارشگران و ویراستاران منتشر کرده است. بایدها: مرگ را به عنوان خودکشی گزارش کنید. اطلاعات درباره مکان را به شکل عمومی باقی بگذارید و با جزئیات بیان نکنید. اگر یادداشتی پیدا شده گزارش کنید که چنین یادداشتی پیدا شده اما تحت بررسی و مرور است. اطلاعات مربوط به فرد را در حد اطلاعات عمومی نگه دارید. اشاره کنید که مهارت‌های مواجهه با شرایط، حمایت و درمان‌ها و کمک‌ها می‌تواند به اکثر افرادی که به خودکشی فکر می‌کنند کمک کند. علائم هشدار دهنده خودکشی و عوامل خطر را توصیف کنید. مواردی مانند تأثیر بیماری‌های ذهنی و مشکلات موجود در روابط که خودکشی را در بافتار و چارچوبی مشخص قرار می‌دهد. در استفاده از کلمات و داده‌های مربوط به گزارش مرگ رعایت حال دوستان و اعضای خانواده عزادار را نیز بکنید. بافتار و چارچوب و داده‌هایی را مطرح کنید که به باورهای رایج مبنی بر اینکه خودکشی را به مفاهیمی چون قهرمانی، افتخار و وفاداری نسبت می‌دهد مقابله کند. در مورد خودکشی و شیوع آن تحقیق کافی بر مبنای داده‌های موجود انجام دهید و از واژه‌هایی مانند افزایش یا بالا رفتن به جای رشد لجام گسیخته، وفور و مشابه آن استفاده کنید. نبایدها: روش و محل وقوع خودکشی را توصیف نکنید. محتوای یادداشت یا نامه به دست آمده از شخص درگذشته را منتشر نکنید. جزئیات شخصی درباره فرد درگذشته را منتشر نکنید. خودکشی را به عنوان راهی رایج و قابل قبول در مقابله با مشکلات تصویر نکنید. دلایل منجر به خودکشی را ساده انگارانه بیان نکنید و درباره آن گمانه‌زنی نکنید. جزئیات احساسی را در تیترهای داستان به کار نبرید. خودکشی را به شکل امری رمانتیک یا باشکوه تصویر نکنید. واقعیت مسئله خودکشی و شیوع آن را با واژه‌های مانند همه‌گیری و سر به آسمان رسیدن تعداد آنها بزرگتر از چیزی که هست نشان ندهید. یکی دیگر از مواردی که در گزارشگری مسائل سلامت عمومی به کرات با مسئله انگ و آستیگما در هم آمیخته است، گزارش درباره افرادی دارای ناتوانی و معلولیت است. در این مورد هم مهم است که با استفاده از دقیق‌ترین واژگان به تقویت و تداوم کلیشه‌ها و باورهای اشتباه رایج در این زمینه کمک نکنید. یکی از قوانین عمومی در این زمینه اصطلاحاً شخص اول نامیده می‌شود، به این معنی که ساختاربندی جمله را به گونه‌ای انجام دهید که کلمه فرد یا شخص را پیش از هر توصیفی از ناتوانی او قرار دهید تا به این ترتیب از الغای قربانی بودن یا به طور نادرستی تعریف یک شخص دارای معلولیت بر مبنای تنها آن معلولیت خودداری کرده باشید. برای مثال، زمانی که به کسی که از صندلی چرخدار استفاده می‌کند به جای واژه‌ای مانند صندلی چرخدار نشین، معلول محتاج، اسیر، پابند صندلی چرخدار، عبارتی مانند شخصی که از صندلی چرخدار استفاده می‌کند را به کار ببرید. شخصی در گفتگو با مرکز تحقیق و تمرین زندگی مستقل دانشگاه کانزاس در این باره گفته بود: من شخصا خود را اسیر یا پابند صندلی چرخدارم نمی‌دانم. این ابزاری آزادی بخش است که به من اجازه می‌دهد کار کنم، بازی کنم، خانه‌داری کنم، با دوستان و خانواده‌ام در ارتباط و تماس باشم و زندگی شخصی خودم را داشته باشم. ویراستاران همینطور باید توجه ویژه‌ای به انتخاب عکس معطوف کنند، چرا که تصاویر می‌توانند تأثیری بر نحوه تفکر خواننده نسبت به موضوعی بالقوه مهم برای مداخلات سلامت عمومی نظیر واکسیناسیون داشته باشند. این موضوعی است که جیمی گرینرینگ، روزنامه‌نگار و ویراستار آزاد، بر آن تاکید دارد. تصاویر هراسناک حتی زمانی که بدون نیت ترساندن مردم مورد استفاده قرار بگیرند می‌تواند اثری قدرتمند بر افکار عمومی داشته باشند. اگر شما داستانی درباره واکسیناسیون را ویرایش می‌کنید، برای مثال از استفاده از تصاویر دراماتیک، سوزن‌های تزریق یا کودکان در حال گریه و فریاد خودداری کنید. به جای آن شاید تصاویری از کودکان سالم که بعد از واکسیناسیون برچسب واکسینه شدن خود را دریافت کرده یا با چسب زخم‌های خود عکس یادگاری گرفته‌اند را منتشر کنید. مؤسسه ملی سلامت و اتحادیه ملی برای بیماری‌های ذهنی منابع خوبی برای گزارشگری در این حوزه‌ها به شمار می‌روند. برخی از مدارس روزنامه‌نگاری و گروه‌ها نظیر انجمن روزنامه‌نگاران سلامت و مرکز روزنامه‌نگاری سلامت آننبرگ در دانشگاه جنوب کالیفرنیا نیز منابعی عالی در این زمینه به شمار می‌روند. سیلیکون والی هم مشمول همین قوانین می‌شود. در سالهای اخیر چندین شرکت تازه وارد حوزه
بهداشت عمومی شدند. چشمانداز عرصه پزشکی که روزگاری قلمرو بیمارستان‌ها، شرکت‌های بیمه، ابزارسازهای پزشکی و شرکت‌های داروسازی بود، روز به روز بیشتر تحت تاثیر غول‌های فناوری قرار می‌گیرد. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به فیسبوک، اپل، آلفابت، شرکت مادر گوگل، آمازون و مایکروسافت اشاره کرد و همینطور هم چند شرکت نوپایی که توسط نهادهای سرمایه‌گذار خطرپذیر پشتیبانی می‌شوند. زمانی که داستان‌هایی را درباره محصولات تازه سلامت که توسط شرکت‌های سیلیکون ولی ساخته شده‌اند ویرایش می‌کنید، همان سطح از دقت و ریزبینی و احتیاطی را درباره آنها اعمال کنید که درباره یک داروی تحقیقاتی و آزمایشی مورد نظر قرار می‌دهید. نوآوری و ابتکار و اختراع را به جای دقت علمی اشتباه نگیرید. داستان شرکت ترانوس یکی از مشهورترین نمونه‌های اخیر از آسیبی است که نتیجه پنهان شدن خطرات و واقعیت کارایی یک محصول سلامت زیر سایه قدرت‌ها و منافع عظیم مالی است. همانطوری که احتمالاً به یاد می‌آورید، شرکت نوپای آزمایش خون ترانوس ادعا می‌کرد که انقلابی در سلامت عمومی ایجاد خواهد کرد و مسیر آن دور شدن از سوزن‌های بزرگ و بد آزمایش خون است. این شرکت از حمایت مالی مستحکمی برخوردار بود. سرمایه‌گذارانی که صدها میلیون دلار را پشت این فکر که مبتنی بر آزمایش ساده و راحت خونی بود که ادعا می‌شد از سوی بنیانگذار این شرکت الیزابت هولمز ابداع شده است، رسانه‌های خبری همچون فوربز در استفاده از توصیفاتی چون انقلابی و کشف سدشکن برای توصیف کمپانی و هولمز تعلل نکردند. آنها داستان‌های غیر انتقادی را منتشر کردند که در بیان تحقیقات علمی و فناوری‌های پیشرفته مربوط به این ادعا ناکام بودند. هیچ کدام از این نشریات اطلاعاتی کلیدی که ما در این فصل بر آنها تاکید کردیم را در داستان‌های خود مورد اشاره قرار نداده بودند، نه درباره دقت آزمایش، نه درباره خطرات و سودهای بالقوه و نه درباره مقایسه با روش‌های آزمون خون موجود. پیش از اینکه آشکار شود فناوری پیشرفته‌ای که برای کاری که ترانوس ادعا می‌کرد قصد انجامش را دارد اصولاً وجود خارجی ندارد، ارزش مالی هولمز به بیش از 4.5 میلیارد دلار رسید و شرکت او با قیمت معادل 9 میلیارد دلار ارزش گذاری شد. در نهایت گزارشگری خستگی ناپذیر، جان تریرو، در وال استریت ژورنال و دیگران ماهیت و واقعیت متقلبانه و دروغین ترانوس را آشکار کرد. اگرچه مثال ترانوس مثالی از آن است که چطور عدم شفافیت میتواند منجر به فروپاشی شرکتی غول‌آسا شود، اما حتی محصولات موفقی که از سوی شرکت‌های فناوری عرضه و معرفی میشوند نیز باید مورد سنجش و بررسی دقیق و سختگیرانه قرار بگیرند. به مثال دیگر در مورد شرکت اپل توجه کنید. سازنده گوشی‌های تلفن همراه اپل به طور رسمی در سال 2018 و با تولید ساعت اپل وارد حوزه سلامت شد. این محصولی است که به کاربران اجازه می‌دهد بخشی از مشخصات سلامت قلب خود را مورد نظارت و رصد قرار دهند. این ابزار از سوی اداره نظارت بر غذا و دارو ترخیص شد که دستاوردی عظیم برای اپل به شمار می‌رفت. با گذراندن چندین مطالعه بزرگ از جمله کارآزمایی بالینی بی‌سابقه‌ای که به طور کامل به شکل مجازی برگزار شد، اپل به نخستین غول عرصه فناوری بدل شد که به مشتریانش ابزاری را می‌فروخت که دارای ترخیصی از سوی قانونگذار بود که امکانات واقعی پزشکی آن را تایید می‌کرد. اما این توانایی‌ها باز هم با محدودیت‌های بسیار زیادی روبرو هستند. برای مثال ساعت اپل و سنجشگر ضربان قلبی که در آن وجود دارد و از سوی FDA ترخیص شده است، از سوی این نهاد تایید شده نیستند. این تمایزی مشخص و بارز است، چون این تاییدی تنها برای ابزارهایی در نظر گرفته شده است که اگرچه ممکن است دارای خطر بالا باشند، اما به طور کامل مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و کارآمدی و کاربرد پزشکی شاخص و بارزی را ارائه می‌کند. مواردی مانند ضربانسازهایی که درون بدن نصب می‌شوند. FDA اگرچه داده‌هایی که از سوی شرکت اپل برای بررسی به آن ارجاع شده بود را ترخیص کرده بود، اما به دو محدودیت مهم در آن اشاره کرده بود. نخست اینکه این ابزار نمیتواند برای هر نوع تشخیصی در زمینه بیماری‌های قلبی به کار گرفته شود و دوم اینکه نباید از آن به عنوان جایگزینی برای مراقبت‌های کلینیکی استفاده کرد. اما همه گزارش‌ها درباره این ابزار به این محدودیت‌ها و این تمایز اشاره نکرده بودند. علاوه بر آن، با وجودی که مطالعه‌ای که این شرکت برای بررسی سامانه هشداردهنده ساعت اپل برگزار کرده بود به معنی واقعی کلمه از نظر ابعاد، طراحی و چشمانداز بی‌سابقه بود، مهم است که در نظر داشت که اولا اپل دارای چنان منابع وسیعی است که بتواند مطالعه بالینی در این ابعاد را حمایت کند و با وجود نقاط قوتی که در این تحقیق وجود دارد، کماکان این تحقیق نیز با محدودیت‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند. از جمله اینکه سرمایه‌گذار این تحقیق خود اپل بوده و نویسنده‌های گزارش نیز کارمندان اپل بودند و همانطور که تاکنون باید مشخص شده باشد، هر گزارشی باید به این واقعیت‌ها اشاره کند. منابع بیشتر.
درک نابرابری‌های ساختاری. درباره نویسنده ارین برودمین گزارشگر حوزه سلامت و فناوری در استیت است، وبسایتی خبری در حوزه سلامت و پزشکی که وابسته به روزنامه بوستون گلوب است. او که در منطقه خلیج سانفرانسیسکو زندگی می‌کند، تمرکز گزارش‌های خود را بر بازیگران اصلی سیلیکون ولی مانند اپل، آمازون، گوگل، فیسبوک و مایکروسافت و جاطلبی‌های آنها در حوزه سلامت قرار داده است. قبل از اینکه به استیت ملحق شود، ارین 5 سال را در نقش گزارشگر سلامت و علم در بیزینس اینسایدر سپری کرده بود. در آنجا بود که گزارش تعیین کننده او در زمینه اشتباهات و خطاهای شرکت استارت آپ میکروبیوم منجر به آغاز تحقیقات FBI در مورد این شرکت و در نهایت ورشکستگی آن شد. مصاحبه‌های او در NPR و BBC منتشر شده. کارهای او مورد ارجاع نیویورک تایمز، مجمع جهانی اقتصاد و بسیاری دیگر قرار گرفته است. دفترچه ویراستاری علم، بنیاد روزنامه‌نگاری علم نایت، دانشگاه MIT. راوی محمد اقبالیان. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. راستی آزمایی در روزنامه‌نگاری علم. چگونه اطمینان پیدا کنید که داستان‌های شما واقعیت دارند؟ نوشته بروک بورل. مقدمه. برای یک ویراستار به زحمت ممکن است اتفاقی بدتر از این رخ بدهد که هفته‌ها و ماه‌ها زمان را روی داستانی سپری کند، بین پیشنهادهای نویسنده‌های آزاد به دنبال یک داستان با ارزش بگردد و پس از کلی فکر کردن موضع خوبی به ذهنش برسد و روزنامه‌نگار مناسبی را پیدا کرده و او را مأمور انجام دادن این سوژه کند، روایت آن را شکل دهد، پیش‌نویس‌های متعدد را دوباره و دوباره بخواند تا جایی که کلمات شروع به محو شدن در مقابل چشمانش کند. هر کاری میتواند برای افزایش و بهبود شفافیت داستان انجام دهد، آخرین متن نهایی را برای صفحه آرایی نظارت کند و سرانجام به دست چاپ بسپارد و بعد با یک اصلاحیه گنده و پرحجم مواجه شود. چطور ویراستاری پیش از اینکه این متن قشنگی که آن را آماده کرده منتشر شود میتواند مطمئن شود که متن خالی از خطاست؟ پاسخ: آن را راستی آزمایی کنید. راستی آزمایی عنصری کلیدی برای هر گروه تحریریه است. روند انجام این کار شاید بین رسانه‌های خبری کمی متفاوت باشد، اما اصول اولیه همیشه یکسان است. این کار نیازمند برداشتن گام‌هایی در فرایند ویراستاری است که در آن شخصی خط به خط داستان را مرور می‌کند و می‌پرسد این اطلاعات از کجا آمده است؟ چطور می‌دانیم که این اطلاعات درست و واقعی است؟ سپس این شخص به سراغ منابع مورد استفاده در داستان می‌رود. حالا این منبع ممکن است نویسنده‌های یک مقاله علمی باشد یا گوش دادن دوباره به نوار یک مصاحبه ضبط شده و بررسی دوباره آنها. راستی آزما همچنین نگاه دقیق‌تری به منابع یک داستان می‌اندازد و می‌پرسد آیا این منبع خوبی است؟ آیا می‌توانیم منبع بهتری پیدا کنیم؟ در اینجا شما یاد خواهید گرفت که عملکرد راستی آزمایی در بسترها و نشریات مختلف چگونه است. چطور فرایند راستی آزمایی را در روند ویراستاری و تحلیلیه گروه خود وارد کنید. چطور این روند را با محدودیت‌های زمانی و منابع تطبیق دهید. و بله، نگران نباشید، ما همه این موارد را راستی آزمایی کرده ایم. 3 مدل برای راستی آزمایی. این فصل بر راستی آزمایی در تحلیلیه تمرکز دارد. این یکی از لایه‌های بررسی کیفی است که ممکن است در برخی از رسانه‌ها پیدا کنید. این کار درون تحلیلیه اتفاق می‌افتد و با کمک نیروهای رسمی رسانه یا نیروهای آزاد و فریلنس انجام می‌شود و از جمله مأموریت‌های آن بررسی دوباره صحت داده‌ها و فکت‌ها در داستان پیش از انتشار آن است. ما در این فصل چندان وارد راستی آزمایی سیاسی نخواهیم شد. راستی آزمایی سیاسی در سالهای اخیر عمده بحث‌ها در زمینه راستی آزمایی را به خود معطوف کرده است. راستی آزمایی سیاسی عمدتاً به ادعاهای سیاستمداران و پس از اعلام و مطرح شدن عمومی آنها تمرکز دارد. باید اشاره کرد که برخی از گروه‌های راستی آزمایی سیاسی حضور دارند که ادعاهای مربوط به علم را نیز راستی آزمایی می‌کنند. از جمله آنها می‌توان به بخش اسکای چک در factcheck.org و اسنوپس
اشاره کرد. روند راستی آزمایی رسمی در مجلات آمریکایی به نظر می رسد که نخستین بار در دهه 1920 شکل گرفته باشد. تایم در سال 1923 ساختاری برای راستی آزمایی تأسیس کرد و گفته می شود نیویورکر چند سال بعد از آن واحد راستی آزمایی خود را ایجاد کرد. این روند به تدریج در میان مجلات چاپی توسعه پیدا کرد. البته برای چندین دهه راستی آزمایی کاری زنانه به شمار می رفت. مهم اما عمدتاً ارج ندیده و به رسمیت شناخته نشده. امروز هم اگرچه راستی آزمایی بسیار متنوع‌تر از گذشته است، اما خود این فرایند هنوز هم اغلب اوقات نادیده گرفته می شود یا درک ضعیفی نسبت به آن وجود دارد. این کار در سال 2014 و با انتشار کتاب نامرئی‌ها قدرت کارهای ناشناس در عصر خویش‌تبلیغی‌های بی‌امان بود که مورد توجه قرار گرفت. در این کتاب دیوید زویک به نوشتن داستان و معرفی نامه‌ای از افرادی پرداخت که با وجودی که کارهای فوق‌العاده مهمی را انجام می‌دهند، اما عمدتاً به آنها توجهی نمی‌شود و گمنام باقی می‌مانند. مگر اینکه خطای بزرگی از آنها سر بزند. از جمله آنها می‌توان به مهندسان سازه، مترجمان همزمان سازمان ملل متحد و کوک کننده‌های پیانو در ارکسترها اشاره کرد. انواع و مدل‌های راستی آزمایی. راستی آزمایی سیاسی، نظارت ناظر ثالث، به این معنی که یک سازمان به بررسی دوباره ادعاهایی می‌پردازد که توسط سیاستمداران و چهره‌های عمومی مطرح شده است. راستی آزمایی تحریریه یا ادیتوریال، بررسی کیفیت درون خانه، به این معنی که اتاق‌های خبر و تحریریه‌ها اطلاعات را پیش از آن که به انتشار برسد بازبینی و بررسی دوباره می‌کنند. راستی آزمایی تحریریه معمولاً یکی از این سه روش را دنبال می‌کند. مدل و الگوی مجله‌ای، ساختار صحت‌سنجی که تایید اطلاعاتی که در آن شخصی غیر از نویسنده، ویراستار یا ویراستار مصحح و نشر، رونوشت ویراستار، مسئولیت بررسی دوباره تک تک ادعاها و فکت‌های مطرح شده در اون داستان را بر عهده می‌گیرد. این بررسی شامل فکت‌ها و همینطور روند استدلالی بزرگتر و گمانروایی اصلی داستان نیز می‌شود. راستی آزما در این فرایند ممکن است به منابع مورد استفاده یا با استفاده از منابع تازه‌تر که حتی ممکن است شامل مصاحبه‌های تازه شود استناد کند. انواع داستان‌هایی که این سبک از راستی آزمایی در مورد آنها به کار می‌روند عبارتند از نوشته‌های فیچر و طولانی که در بر دارنده چندین منبع مختلف از جمله چندین مصاحبه هستند، داستانی که فارغ از طولان، چه کوتاه و چه بلند که دانشمندی را متهم به سوء رفتار، تقلب یا تضاد منافع کرده باشد، بسته‌ای گزارشی که تعداد زیادی عناصر کوچکتر درباره یک موضوع واحد در خود دارد، مانند داستانی که در بردارنده توضیحات، سوال و جواب از کارشناسان داده‌نگاری و گرافیک و تصویر است. مجموعه پادکست‌های روایی، هر داستانی که در بستر و رسانه‌ای منتشر می‌شود که از الگوی مجله‌ای استفاده می‌کند. مدل و الگوی روزنامه‌ای، ساختار راستی آزمایی که در آن روزنامه‌نگاران خود مسئول تایید هر یک از فکت‌های مطرح شده درون داستان خود هستند. افراد دیگری در تحریریه مانند ویراستاران یا ویراستار مصحح، کپی ادیتور ممکن است به صورت موردی مواردی را بررسی کنند. انواع داستان‌هایی که از این نوع راستی آزمایی استفاده می‌کنند عبارتند از خبر و سرنخی مهم که از سوی منبعی قابل اعتماد به گزارشگر می‌رسد. موارد خبری فوری که بر مبنای مطالعات تازه‌ای باید تهیه شود که سایه قرنطینه زمانی را بر سر خود دارند. قطعه کوتاه فاقد زمان و همیشه تازه. یک متن توضیح دهنده کوتاه، قطعات خبری سرراستی که توسط روزنامه‌نگاران و گزارشگران متخصص همان حوزه تهیه می‌شوند. جمع‌بندی و خلاصه اخبار و گزارش‌ها برای پادکست و برنامه‌های رادیویی. هر داستانی که در نشریه یا بستری منتشر شود که از الگوی روزنامه‌ای استفاده می‌کند. مدل و روش ترکیبی، ساختار راستی آزمایی است که در آن یک تحریریه بسته به نوع داستانی که با آن مواجه است ممکن است از هر یک از دو روش مجله‌ای یا روزنامه‌ای استفاده کند. قطعات طولانی‌تر و پیچیده‌تر معمولاً وارد فرآیند راستی آزمایی مجله‌ای می‌شوند. قطعات کوتاه‌تر و خبری‌تر نیز وارد روند راستی آزمایی روزنامه‌ای می‌شوند. راستی آزمایی تحریری و ادیتوریال حتی موفق شده است گاهگاه خود را وارد گفتگوهای وسیع‌تری در جامعه کند. برای مثال این موضوع وارد داستان فیلم‌های هالیوودی چون نورهای روشن شهر بزرگ 1988، تقریباً معروف 2000 و شیشه خرد شده 2003 اشاره کرد. همینطور در سال 2018 مسئله راستی آزمایی رسانه‌ای به موضوع یک نمایش تئاتر در برادوی بدل شد که اقتباسی بود از کتاب طول حیات یک فکت. اگرچه پیدا کردن داده معتبر و مستحکم درباره وضعیت راستی آزمایی در روزنامه‌نگاری کار دشواری است، در سال 2018 من گزارشی را با همکاری گروهی از محققان و راستی آزماها برای برنامه روزنامه‌نگاری النایت در مؤسسه فناوری ماساچوست MIT نوشتم.
و در آن نگاهی به وضعیت راستی آزمایی درون روزنامه‌نگاری علم انداختم. این گزارش خلاصه‌ای از 91 مصاحبه و 301 نظرسنجی انجام شده از ویراستاران، راستی آزماها، روزنامه‌نگاران و اساتید و بنیادهای روزنامه‌نگاری و دیگران بود. این بررسی نشان داد که تنها 34% نشریاتی که به پوشش داستان‌های علم می‌پردازند به طور مشخص از متخصصان راستی آزمایی استفاده می‌کنند. این گزارش همچنین 3 مدل و روش رایج مدرن در راستی آزمایی را شفاف کرد. در مدل مجله‌ای راستی آزماها معمولاً جایگاهی مستقل از نویسنده و روزنامه‌نگاران، ویراستاران و ویراستاران مصحح دارند. راستی آزماها در این سبک همه موارد را در نسخه داستانی که تقریباً آماده و نهایی شده بررسی می‌کنند و در این بررسی علاوه بر فکت‌ها به تصویر بزرگتر نیز می‌پردازند. در مورد تصویر بزرگتر ممکن است راستی آزماها چنین سوالهایی را مطرح کنند که آیا این روایت منطقی است؟ آیا به طریقی ممکن است بخشی از حقیقت را پنهان کرده باشد؟ آیا مدارک موجود از فرضیه مطرح شده حمایت کافی را انجام می‌دهند؟ آیا خطایی در اثر نادیده گرفتن موضوعی در متن وارد شده است؟ راستی آزمایان برای تایید داده‌های مستقل از هم که درون یک متن به آنها اشاره شده است و همچنین بررسی این که آنها چگونه در کنار هم قرار می‌گیرند به سراغ منابع مورد استفاده نویسنده در تهیه داستان می‌روند و شاید بار دیگر با برخی از منابع آنها گفتگو کنند. اغلب اوقات راستی آزماها منابع تازه‌ای را پیدا می‌کنند که به آنها در تایید یا رد یک ادعا کمک می‌کنند. امروزه سبک راستی آزمایی مجله‌ای تنها در مجلات چاپی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این رویکرد در رسانه‌های مختلف رواج دارد، از رسانه‌های چاپی تا مجلات اینترنتی و پادکست و ویدیو، و به خصوص برای داستان‌های طولانی و پیچیده‌تر که در بردارنده روایت هستند. بسته‌های بزرگ و طولانی، گزارش‌های تحقیقاتی و البته هر داستانی فارغ از اندازه و حجمش که از نظر حقوقی حساسیت برانگیز باشد. اما خیلی از رسانه‌ها راستی آزماهایی برای انجام این کار در اختیار ندارند. این به معنی آن نیست که این نشریه‌ها از بررسی اطلاعاتی که منتشر می‌کنند غفلت می‌ورزند، بلکه به احتمال خیلی زیاد آنها از الگوی راستی آزمایی روزنامه استفاده می‌کنند که در آن خود روزنامه‌نگاران وظیفه و مسئولیت بررسی مجدد و سنجش صحت ادعاهای مطرح شده در داستان خود را بر عهده گرفتند. در این سبک نیز فیلترها و آزمون‌های ایمنی از صحت محتوای دیگری وجود دارد. ویراستاران باید زمانی که ادعایی را در داستان می‌خوانند که به نظرشان کاملا درست نمی‌آید برای تایید آن فشار بیاورند و در همین حال ویراستاران مصحح کپی ادیتور هم در مواردی که هنوز این شغل وجود دارد به بررسی صحت موارد ابتدایی مانند دیکته کلمات، عناوین و موقعیت‌های جغرافیایی می‌پردازد. اما این بررسی‌ها الزاماً به شکل بررسی خط به خط و ساختاری متن نیست، بلکه بیشتر بار برگردن خود روزنامه‌نگار است که بتواند این روند را تعیین و از انجام درست آن اطمینان حاصل کند. همانطور که از عنوان این سبک برمی‌آید، مدل روزنامه‌ای عمدتاً در روزنامه‌ها رواج دارد، اما می‌توان این روش را در سایر رسانه‌ها از تولید قطعات کوتاه رادیویی گرفته تا خبرهای کوتاه آنلاین نیز پیدا کرد. هر کدام از سبک‌های مجله‌ای و روزنامه‌ای مزایای خاص خود را دارند. مدل مجله‌ای این توانایی را دارد تا متوجه خطاهایی شود که مدل روزنامه‌ای از انجام آن ناتوان است. با در نظر گرفتن این که هیچ کس حتی روزنامه‌نگاران به طور کامل نمی‌توانند رفتاری عینی داشته باشند و نگاه شخصیش در کارش بروز پیدا می‌کند، اینکه شخصی متفاوت به بررسی صحت ادعاهای متن بپردازد می‌تواند باعث شود تا چشمانی تازه و شکاک به بررسی داستان بپردازد تا کمک کنند که آن داستان در حد امکان به شکلی عینی با آن موضوع مواجه شود. فرض بر این است که راستی آزماها به اندازه کسانی که از ابتدای شکلگیری داستان با آن سر و کار داشته و آن را ساختند از نظر احساسی با آن درگیر نیستند. مرور توسط یک جفت چشم تازه و اضافه باعث می شود که احتمال پیش آمدن تصحیح‌ها و اصلاحی‌ها کمتر شود و البته شکایات و مسئولیت‌های حقوقی که همراه این اصلاحی‌ها ممکن است به نشریه برسد. اما روش مجله‌ای نیازمند صرف هزینه و زمان بالاست. در عوض مدل و سبک روزنامه‌ای هزینه چندانی در بر ندارد و به همین دلیل برای بررسی قطعات کوتاه و ساده که نیازی به وقت و سرمایه‌گذاری زیادی ندارند مناسب است. ضمن اینکه این روشی چابکتر به شمار می‌رود و برای همین هم کمک می‌کنند که خبرهای فوری و داستان‌هایی که از حساسیت زمانی برخوردار هستند سریعتر منتشر شوند. در سال‌های اخیر و به شکل روزافزونی به خصوص برای سازگار شدن با انتشار دیجیتال و عدم قطعیت‌هایی که محدودیت‌های مالی و اقتصادی برای روزنامه‌نگاری مدرن به همراه آورده است، برخی از نشریات روش ترکیبی و دوگانه را در راستی آزمایی در پیش گرفتند. در روش ترکیبی نشریات برای داستان‌هایی که دارای حساسیت زمانی بوده یا نسبتاً کوتاه و ساده هستند از روش راستی آزمایی روزنامه‌ای استفاده می‌کنند و در عوض منابع خود برای راستی آزمایی مجله‌ای را برای قطعات پیچیده‌تر حفظ می‌کنند.
روش ترکیبی و دوگانه به نشریات این اجازه را می‌دهد که منابع خود در زمینه راستی آزمایی را در مواردی که بیشترین نیاز را دارد استفاده کنند و در عین حال به گزارشگران خود آزادی بیشتری در پوشش خبرهای فوری بدهند. فرایند راستی آزمایی. فرایند راستی آزمایی شاید در نگاه اول روندی سرراست به نظر برسد، اما ممکن است از مشاهده این که در یک داستان چه تعداد فکت برای بررسی توسط راستی آزما وجود دارد شگفت زده شوید. از لینک زیر 6 پاراگرافی را که مربوط به قطعه‌ای برای مجله آنلاین آندارک است دانلود کرده و تمامی فکت‌های درون آن را مشخص کنید. چه تعداد فکتی را در این متن پیدا می‌کنید؟ نمونه برای راستی آزمایی. بعد از اینکه این تمرین را انجام دادید، برگه پاسخ من را هم دانلود کنید. همه فکت‌هایی که من در این نوشته پیدا کردم اینجاست. شما هم همه آنها را پیدا کرده اید؟ پاسخ تمرین راستی آزمایی. حدس من این است که احتمالاً چند تایی از این موارد را از قلم انداخته باشید. اما با استفاده از روند راستی آزمایی مناسبی می توانید اطمینان حاصل کنید که داستان شما هم به خوبی بررسی شده و خالی از اشتباه است. در شرایط ایدئال فرآیندی که دنبال می کنید ممکن است چیزی شبیه این روند باشد که بر اساس مدل و سبک راستی آزمایی مجله‌ای بیان شده است. قدم 1 نویسنده و ویراستار داستان را نهایی می کنند. البته که این آخرین نسخه نهایی نیست که به همین شکل منتشر خواهد شد، اما زمانی که نوبت به بررسی ساختار کلی و منابع استفاده شده میرسد، این نسخه است که هم نویسنده و هم ویراستار آماده‌اند آن را به دست بازبینی و بررسی دقیق بسپارند. به عبارت دیگر آنها تصمیم ندارند چیزهای تازه‌ای را به آن اضافه کرده بخش‌های آن را جابجا کنند، مقدار زیادی از گزارشگری تازه را به آن اضافه کرده یا هر جراحی عمده دیگری در داستان صورت دهند. قدم 2 نویسنده نسخه از داستان را حاشیه نویسی کرده و تحویل راستی آزما می‌دهد. برای اینکه نویسنده بتواند کمک کند تا فرایند راستی آزمایی به روانی صورت پذیرد، فوق‌العاده مهم است که او نقشه راه شفافی از مسیر گزارشگری خود در اختیار راستی آزما قرار دهد. نخستین قدم در این مسیر حاشیه نویسی نسخه تقریبا نهایی داستان است. عمده پیش‌نویس‌ها در قالب فرمت‌های نرم افزار مایکروسافت ورد یا گوگل داکس تحویل داده می‌شود که معنی آن این است که شما 2 راه برای حاشیه نویسی در اختیار دارید: زیرنویس‌ها و نظرها. فارغ از اینکه از کدام ابزار استفاده می‌کنید، نویسنده با استفاده از آن منابع خود برای هر یک از فکت‌های مطرح شده در داستان را مشخص می‌کند. روش تماس با کارشناسان یا شاهدان عینی، توصیف و نام فایل‌های مربوط به مصاحبه‌های انجام شده، متن پیاده شده، مقاله‌های منتشر شده در ژورنال‌ها و ارتباطات ایمیلی صورت گرفته، عناوین کتاب‌ها یا بقیه منابع چاپی و لینک به وبسایت‌های اصلی و کلیدی، البته تهیه و ضمیمه کردن اسکرین شات یا PDF وبسایت‌ها هم امری توصیه شده است. به این دلیل که گاهی محتوای وبسایت‌ها تغییر می‌کنند. حاشیه نویسی مختصر در قالب نظرها. کردیت بروک بورل. حاشیه نویسی مختصر در قالب زیرنویس‌ها. هر چقدر این جزئیات بیشتر باشد بهتر است. برای مثال اگر نقل قولی از بخشی از یک مصاحبه ضبط شده برداشت شده باشد، نویسنده می‌تواند زمان مصاحبه که این نقل قول در آن آمده را ذکر کند. اگر اطلاعاتی از یک کتاب نقل شده است، نویسنده می‌تواند شماره صفحه‌ای که نقل قول از آن آمده را بنویسد. قدم 3 نویسنده منابع خود را در اختیار راستی آزما قرار می‌دهد. قدم بعدی شناسایی و مشخص کردن منابع است. در مورد اغلب منابع نویسنده باید فایل‌هایی را که متناظر ارجاعات ذکر شده در حاشیه نویسی هستند را به راستی آزما تحویل دهد. غیر از مواردی که منبع افراد و اشخاص بودند، در این موارد فهرست اسم و روش تماس با آنها کفایت می‌کند. اگر فایل‌ها و مدارک مورد نظر به طور خاصی حساس نباشند، نویسنده می‌تواند آنها را از طریق ایمیل یا خدمات اشتراک گذاری فایل مانند دراپ باکس برای راستی آزما ارسال کند. اگر این اسناد دارای حساسیت ویژه‌ای باشند، شاید نویسنده ترجیح دهد از اسناد رمزگذاری شده و یا حفاظت شده با کمک پسوردها استفاده کند. و اگر این اسناد و مدارک فوق‌العاده حساس باشند، برای مثال اگر شامل اسناد افشا شده یا شامل مواردی باشد که هویت شخص افشا کننده را معلوم می‌کند، ممکن است نویسنده آنها را از طریق هارد درایوها یا لپتاپ‌های امن به راستی آزما برساند و از او بخواهد آنها را به کامپیوتری که به اینترنت وصل است انتقال ندهد. قدم 4 راستی آزما به راستی آزمایی می‌پردازد. راستی آزما ابتدا و حداقل یک بار متن را می‌خواند و سپس بار دیگر شروع به خواندن آن کرده و خط به خط هر یک از فکت‌ها و داده‌های موجود را بر اساس منابع بررسی می‌کند. این کار ممکن است نیازمند تماس تلفنی با کارشناسان یا سایر افرادی باشد که در داستان از آنها نام برده شده است و یا در یادداشت‌های نویسنده به آنها اشاره شده باشد. راستی آزما همچنین به بررسی کیفیت مواد و منابع پشتیبان می‌پردازد و ممکن است در صورت نیاز به دنبال منابع تازه‌تری بگردد. قدم 5 راستی آزما تغییراتی را پیشنهاد می‌دهد.
راستی آزما فهرستی از تغییرات پیشنهادی خود را به نویسنده ویراستار یا هر دو ارائه می‌کند. در بسیاری از رسانه‌ها راستی آزما با استفاده از فعال کردن گزینه دنبال کردن تغییرات در مایکروسافت ورد یا گوگل داکس تغییرات و توضیح درباره آنها را ارائه می‌کند. استثناء اگر راستی آزما با مسئله بزرگی برخورد کند، موضوعی که برای مثال اشتباهی است که کل هدف و ساختار داستان را زیر سوال می‌برد یا نشانه و مدرکی از تقلب را ببیند، اینها مواردی است که نباید برای خبر دادن آن تا انتهای کار صبر کرد و او باید بلافاصله ویراستار را در جریان قرار دهد. قدم 6. مرور. ویراستار یا نویسنده یا به احتمال بیشتر هر دو تغییرات پیشنهادی را مرور می‌کنند. شاید گفتگوها و آمد و شدهایی بین آنها و راستی آزما برای بحث و مذاکره درباره نحوه جمله بندی و استفاده از کلمات دقیق و برای بررسی جمعی منابع مختلف صورت بگیرد. برای مثال یک راستی آزما ممکن است بر استفاده از واژه‌ای تاکید داشته باشد که از نظر فنی درست و دقیق‌تر است، در حالی که نویسنده بر واژه دیگری تاکید کند که کمتر قالب اصطلاح تخصصی داشته باشد و گروه در کنار هم باید تصمیم بگیرند کدام کلمه برای مخاطب بهتر است. یا شاید نویسنده از یک مطالعه برای حمایت از دیدگاهی که در متن مطرح شده استفاده کرده باشد، در حالی که راستی آزما تحقیقات معتبر دیگری را پیدا کرده باشد که با نکات ارائه شده در متن تناقض دارند. در اینجا گروه باید تصمیم بگیرند بهترین راه برای تاکید برای اشاره به عدم قطعیت موجود در متن کدام است، یا اینکه برخی از تحقیقات اعتبار و ارزش اشاره ندارند، مثلا به این دلیل که نویسندگان آن دارای تضاد منافع جدی هستند. قدم 7. اعمال تغییرات. بعد از اینکه همه بر سر ماهیت فکت ارائه شده توافق کردند، راستی آزما یا ویراستار تغییرات نهایی را در متن اعمال می‌کند. اما اگر در این باره اختلاف نظرها باقی بماند، معمولاً این وظیفه ویراستار است که تصمیم نهایی را اتخاذ کند. روش و مدل روزنامه‌ای و ترکیبی. روش روزنامه‌ای ممکن است روند خلاصه‌تر و کوتاه‌تری از آنچه در مورد روش مجله‌ای عنوان شد را دنبال کند. البته در این روش خبری از یک راستی آزمایی مستقل و متعهد وجود ندارد. در اینجا نویسنده و ویراستار به طور معمول راستی آزمایی می‌کنند. در خلال این فرایند ویراستار باید درباره ادعاهای مختلف و منابع ارائه شده پافشاری لازم و پرسجوی مورد نیاز را از نویسنده انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که نویسنده از منابع معتبر استفاده کرده است. سپس این متن در اختیار ویراستار مصحح قرار داده می شود که کار او انجام راستی آزمایی سبک و بررسی اطلاعات و مسائل ابتدایی است. برای کمک به اینکه فرآیند راستی آزمایی وارد روند تولید یک داستان شود، نویسنده می تواند گام‌هایی را به مسیر و روند گزارشگری و نوشتن خود اضافه کند. برای مثال نویسنده می تواند همیشه و قبل از اینکه ادعا یا اطلاعاتی را وارد نوشته خود کند، با صرف تلاشی صحت آن را با منابع معتبر و خوب تاکید کند، به خصوص اگر آن داده و ادعا برای تایید هدف داستان ضرورت داشته باشد. دوم اینکه نویسنده باید زمانی را به این موضوع اختصاص دهد که پس از پایان یک مطلب دوباره به سراغ آن رفته و خط به خط آن را دوباره بررسی و منابع مورد استفاده در زمینه ادعاها را یک بار دیگر مرور کند. روش دوگانه یا ترکیبی روش کوتاه‌تر روزنامه‌ای را برای قطعات کوتاه یا دارای حساسیت کمتر به کار می‌برد و روش عمیق‌تر مجله‌ای را برای قطعات و داستان‌های پیچیده‌تر از جمله نوشته‌های طولانی، روایت‌ها و داستان‌هایی با حساسیت حقوقی بالا به کار می‌برد. بهترین روش انجام راستی آزمایی. فرایند راستی آزمایی زمانی می‌تواند به بهترین شکل عمل کند که شما روش و فرایند مشخص و شفافی در تحریریه برای نیروهای خود و همکاران آزاد و فریلنس ها داشته باشید. یک روند کاری ایجاد کنید که شامل مراحل مختلف و مسئولیت‌های مربوط به ویراستاری ارشد، راستی آزمایی و ویرایش تصحیحی است. همه داستان‌ها باید این مراحل را پشت سر بگذارند. اجازه ندهید که روزنامه‌نگاران، منابع، ویراستاران یا راستی آزماها قوانین وضع شده در این روند را نادیده بگیرند یا آنها را دور بزنند. همیشه مطمئن شوید که روزنامه‌نگاران شما برای ادعاهای بزرگ مطرح شده مدارک و شواهد قوی در اختیار دارند. برخی از این موارد ادعاهای بزرگ عبارتند از هر ادعای بزرگی که با عبارت دانشمندان معتقدند یا دانشمندان میگویند همراه است، یافته‌های علمی که برخلاف نتایج اکثریت مطالعات مرتبط قرار دارد، اطلاعاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ادعا دارند که شخصی مرتکب جرم، بی‌اخلاقی یا هر موضوع دیگری شده است که اگر معلوم شود اشتباه بوده ممکن است با شکایت و دادخواهی روبرو شوید. اطلاعاتی درباره پیشنهادهای مربوط به ابزارها، رژیم‌های غذایی یا هر نوع محصول یا روش و کاری که ممکن است چنانچه اشتباه از کار درآید ممکن است گمراه کننده بوده یا به مخاطب شما آسیب برساند. فهرستی را برای گزارشگران خود آماده کنید که بتوانند به رایانه خود نصب کنند و در آن به ایشان یادآوری کنید که همیشه منابع و نوشته خود را
درباره مسائل زیر دوباره بررسی کنند. نگارش نام افراد و مکانها، عناوین و وابستگی‌های حرفه‌ای افراد. سن، همیشه مطمئن شوید که تاریخ تولد منبع شما قبل از انتشار نتیجه تحقیقاتش بوده باشد. جنسیت یا ضمیری که شخص خود را با آن معرفی می‌کند. تاریخ‌ها، اعداد، ارقام و آمار پایه، موقعیت‌های جغرافیایی، اشتباهات نگارشی رایج و خطاهای مصطلح، برای مثال اینکه این عدد باید در مقیاس میلیون باشد یا میلیارد، و همینطور هر اشتباه دیگری که بررسی و اصلاح آن ساده و امکان وقوع آن زیاد است. ایجاد ساختار راستی آزمایی. برخی از ویراستاران علمی وارد نشریاتی میشوند که از قبل ساختار راستی آزمایی در آنها برقرار شده است، اما اگر شما مشغول به کار در نشریه‌ای شدید که ساختار راستی آزمایی ندارد و شما علاقه و بودجه برای تأسیس چنین ساختاری را دارید، اینها برخی از نکاتی است که میتوانید در نظر داشته باشید. نخست به فرایند ویراستاری گروه تحریریه خود فکر کنید. چند نفر از ویراستاران به طور معمول پیشنویس یک نویسنده را بررسی می‌کنند. معمولاً چه مقدار زمان میان تایید و محول کردن تهیه یک گزارش و زمانی که می‌خواهید آن را چاپ کنید فرصت دارید؟ همچنین به طور معمول چه نوع داستان‌هایی را منتشر می‌کنید؟ آیا اغلب آنها موارد سریع اقلام خبری هستند یا اکثراً روایت‌های طولانی و پیچیده به شمار می‌روند، یا ترکیبی از هر دو؟ فارغ از اینکه گروه شما چقدر بزرگ است و اینکه چقدر سریع می‌خواهد فرایند انتشار را طی کنید، فرایند راستی آزمایی باید نزدیک به انتهای فرایند ویراستاری باشد. البته که همه افراد درون گروه باید در گزارشگری، نوشتن و ویراستاری مطالب گوش چشمی به فکت‌ها و تایید آنها داشته باشند، اما بررسی خط به خط موارد زمانی موثرتر است که پس از رسیدن داستان به شکل کم و بیش نهایی خود اتفاق بیفتد. اگر تنها یک ویراستار برای بررسی داستان پیش از انتشار دارید، در این صورت راستی آزمایی باید زمانی اتفاق بیفتد که آن ویراستار احساس کند که همه اجزا و ساختار داستان در سر جای خود قرار دارند و همه سوالات ویراستار پاسخ داده شده است. و اگر مجموعه ای از ویراستارها را در اختیار دارید، ویراستاری که داستان را سفارش داده، ویراستار خارج از مجموعه و ویراستار ارشد، راستی آزمایی باید زمانی اتفاق بیفتد که ویراستار ارشد کارش را به پایان رسانده است. البته به طور معمول حداقل یکی از ویراستاران پس از راستی آزمایی داستان را مرور می‌کند تا مطمئن شود همه تغییرات نهایی صورت گرفته و تأیید کند که همه چیز سر جای خود قرار دارد. سه نکته‌ای که باید مراقبش باشید. فرایند راستی آزمایی به طور معمول تعدادی از خطاها را پیدا می‌کند. خطاهای تایپی، نقل قول‌های در هم ریخته، ادعایی که مناسبت و احتیاطات لازم را ندارد. اما بدترین شرایط زمانی است که راستی آزما نکته‌ای را مشخص می‌کند که بنیان و زیربنای داستان شما را به هم می‌ریزد. ویراستارها می‌توانند با مراقبت از چند نکته از بروز چنین سرنوشتی که به مرگ داستان می‌انجامد و پیش از آنکه داستان به دست راستی آزما برسد جلوگیری کنند. بی‌طرفی و اعتدال غیرواقعی. اگر داستان فضای بازی زیادی به نظریات خارج از جریان اصلی و پرت یا دیدگاه‌های مخالف داده است، این سوال را مطرح کنید که آیا بر اساس مسیری که محتوا و مقالات علمی درباره این موضوع وجود دارد، آیا واقعاً مدرکی برای تایید و پشتیبانی از این ادعا وجود دارد؟ مثال، داستانی درباره محققانی را در نظر بگیرید که ادعا می‌کنند ثابت کردند که تغییرات اقلیم واقعی نیست و رخ نمی‌دهد، در حالی که عمده تحقیقات دیگر خلاف آن را می‌گویند. ادعاهای بزرگ. هر زمانی که نویسنده‌ای ادعایی عمومی مطرح کرد، به خصوص زمانی که او برای ادعایش منبعی را ذکر نکرده بود، احتیاطی اضافی به خرج دهید. این سوال را مطرح کنید: این ادعا از کجا آمده است؟ آیا سایر محققان و کارشناسان آن را تایید یا رد می‌کنند؟ مثال ادعایی بی پشتوانه چیزی شبیه این است: کووید 19 در نهایت حداقل 300 میلیون نفر را در سراسر جهان مبتلا می‌کند. ادعاهای مبتنی بر تنها یک منبع. آیا به نظر می‌رسد که نویسنده نکات مهمی را تنها با استناد به یک نفر یا یک مقاله درج کرده است؟ اگر چنین است، از اون منبع بخواهید. اگر مدارک ارائه شده به نظر ضعیف می‌آید، به نویسنده بگویید که برای راستی آزمایی نیازمند تایید اضافه است و همین الان باید این کار را صورت دهد. مثال، در داستانی دانشمندی به تقلب متهم می‌شود، اما تنها منبع برای این اتهام ادعا و گفته‌ای از دانشمندی دیگر است. در مورد زمانی که با محتواهای متفاوت در نشریه خود سر و کار دارید، اگر عمدتاً با داستان‌های طولانی و پیچیده سر و کار دارید، شاید ترجیح دهید که روش مجله‌ای در راستی آزمایی را دنبال کنید. اگر عمدتاً موارد کوتاه، خبرهای فوری و سایر قطعات فوری را منتشر می‌کنید، احتمالاً باید روش و مدل روزنامه‌ای را پیگیری کنید. و اگر محتوای متفاوت و متنوعی را منتشر می‌کنید، شاید ترجیح دهید که بسته به بودجه خود یا به روش مجله‌ای کار کنید یا مدل ترکیبی را در پیش بگیرید.
مرحله بعد، اگر تا اینجا پیش آمده و در نهایت تصمیم گرفته اید که بله باید یک ساختار راستی آزمایی مدل مجله‌ای یا روش ترکیبی را ایجاد کنید، اینها چند قدم کلیدی در این مسیر است. اطمینان حاصل کنید که همه گروه شما در تحریریه و از جمله همکاران فریلنس شما به طور کامل متوجه روندی که برای داستان در تحریریه وجود دارد و زمان و چگونگی انجام راستی آزمایی آن شده باشند. به نویسندگان خود از جمله همکاران فریلنس درباره مدارک و سندهایی که برای فرایند راستی آزمایی از آنها درخواست خواهید کرد از پیش اطلاع دهید. بسیاری از نشریات این موارد و اقلام را درون قرارداد فریلنس های خود جای میدهند. راهنمای شفافی برای راستی آزماهای خود تنظیم کنید. برخی از نشریات اسناد داخلی دارند که این روند را توضیح میدهد. برخی دیگر ترجیح میدهند دستورالعمل مکتوبی را در این زمینه نگاه ندارند. تصمیم بگیرید که آیا نشریه شما قرار است از مدل مجله‌ای یا ترکیبی استفاده کند. اگر روش انتخابی شما روش ترکیبی است، مشخص کنید که چه داستانهایی باید مورد راستی آزمایی مجله‌ای یا روزنامه‌ای قرار بگیرند. یکی از نیروهای خود را برای نظارت بر کارگروه راستی آزماها منصوب کنید. این کار میتواند بر عهده ویراستار تحقیق، ویراستار اجرایی، یکی از ویراستاران مصحح یا هر شخص دیگری از اعضای تحریریه باشد که میتواند اطمینان حاصل کند این فرآیند به طور دقیق و به شکل بهینه دنبال میشود. راستی آزماها را چه در نقش نیروی استخدامی یا به شکل فریلنس استخدام کنید. فرآیند راستی آزمایی را درون برنامه‌ریزی نشر خود وارد کنید. اطمینان حاصل کنید که راستی آزمایی تنها به متن محدود نمی شود و هر چیز دیگری که آن را منتشر می کنید از جمله تیترها، زیر تیترها، تصاویر، شرح عکسها، طرحها، داده‌نگاری‌ها و قطعات ویدیویی را نیز شامل می شود. و حتی اگر تصمیم می گیرید به شیوه راستی آزمایی روزنامه‌ای وفادار بمانید، اطمینان حاصل کنید که گروه شما و همکاران فریلنس روند کاری و انتظارات شما را به طور کامل درک کرده باشند. هر زمانی که امکان داشت به نویسنده‌های خود زمان بیشتری بدهید تا بتوانند قبل از فرستادن داستان‌هایشان برای انتشار کار خود را راستی آزمایی کنند. کار کردن با راستی آزماها. راستی آزمایی مسیر حرفه‌ای فوق‌العاده‌ای برای بسیار از روزنامه‌نگاران است. برخی از آنها ممکن است کسب و کار آزاد و فریلنس درخشانی را با راستی آزمایی برای چندین نشریه یا نویسنده‌های کتاب‌ها ایجاد کنند و برخی دیگر ممکن است به عنوان ویراستار تحقیق یا مدیر در مجله‌ای مشغول به کار شوند. اما بسیاری از راستی آزماها روزنامه‌نگارانی هستند که در ابتدای مسیر حرفه‌ای خود قرار دارند و ممکن است نفوذی که برای مثال نویسنده‌ای شناخته شده یا ویراستاری قدیمی دارد را نداشته باشند. یکی از انبوه مسئولیت‌های یک ویراستار این است که بداند که چطور یک راستی آزما در فضای بزرگتر ساختار و زیستبوم انتشارات شما جای می‌گیرد و اینکه اطمینان حاصل کند که آنها احترامی که برای انجام کارشان نیاز دارند دریافت می‌کنند. بگذارید راستی آزماهای شما متوجه شوند که در جاهایی که آنها نیاز به حمایت شما دارند، شما در پشت آنها ایستاده اید. یکی از مثالهای معروف اخیر از اینکه چطور چنین ساختار و سیستمی میتواند بشکند و از کار بیفتد مربوط به مجله رولینگ استون است. در سال 2014 این مجله داستانی را با عنوان تجاوز در پردیس دانشگاه منتشر کرد. در این داستان ماجرای ادعای تجاوز در یکی از مهمانی‌های انجمن‌های دانشجویی در دانشگاه ویرجینیا مطرح و بیان شده بود. بعد از اینکه این داستان منتشر شد، یکباره تمامی داستان فرو ریخت. منابع بخش کلیدی این گزارش ضعیف بودند و دقت لازم را نداشتند. انجمن دانشجویی مورد نظر، اعضای آن و یکی از مدیران دانشگاه ویرجینیا شکایتی موفق از رولینگ استون مطرح کردند و این نشریه به پرداخت چندین میلیون دلار خسارت محکوم شد. رولینگ استون دپارتمان ویژه راستی آزمایی دارد. پس کجای کار اشتباه از آب درآمده بود؟ گزارشی طولانی در مجله کلمبیا ژورنالیسم ریویو فهرستی از مسائل را در این باره مورد اشاره قرار داد. یکی از نکات برجسته این فهرست این بود: دپارتمان راستی آزمایی برخی از ادعاهای دارای منبع ضعیف را در پیشنویس داستان مورد پرسش قرار داده بود، اما نظر راستی آزماها رد شده بود. بر اساس گزارش این نشریه، مسئول دپارتمان راستی آزمایی در آن زمان اشاره کرده بود که تصمیم گیری درباره منابع این داستان در رده‌ای بالاتر از سطح حقوقی من انجام شده بود. اگر این ویراستاران پرنفوذ و پرقدرت به حرف راستی آزماهای خود گوش می‌دادند، ممکن بود بتوانند جلوی چنین خطای ویران کننده و پرهزینه‌ای را بگیرند.
این ماجرا سوی دیگری هم دارد. راستی آزماها نقش مهمی ایفا می‌کنند، اما به دلیل اینکه شغل آنها به چالش کشیدن و سوال کردن از ادعاها و اطمینان از این است که این ادعاها در برابر پرسش‌ها می‌توانند دوام بیاورند، گاهی از سوی دیگر بام می‌افتند و گاهی ممکن است به شدت به قول معروف ملا لغتی شوند. شاید در داستانی درباره علم یک راستی آزما درباره نقاط ضعف یا توضیحاتی عمیق‌تر درباره هر یک از موارد علمی اشاره شده در داستان توضیح بخواهد. اینجا وظیفه ویراستار این است که در برابر این درخواست‌ها مقاومت کند، چرا که هدف نهایی این است که نه تنها متنی دقیق تولید کنیم که متن ما قابل خواندن و جذاب باشد. در نهایت اگر کسی متنی را نخواند فایده تولیدش چیست؟ فارغ از هر موضوع دیگر، در نقش یک ویراستار شما باید نقش دیپلماتی را برای کل گروهتان بازی کنید. به تلاش‌های همه افراد در تهیه داستان احترام بگذارید و با تفکر درباره اینکه آیا توصیه‌های راستی آزما را به کار گرفته یا رد می‌کنید تصمیم بگیرید. چطور راستی آزماها را پیدا کرده و چقدر به آنها پرداخت کنید. پیدا کردن کسی برای راستی آزمایی همیشه کار ساده‌ای نیست، به خصوص اگر در تنگنا باشید و نیاز داشته باشید تا به سرعت کسی را پیدا کنید. در اکثر موارد ویراستارها نیروها و همکاران فریلنس خود را به شکل کلامی و از روی صحبت با همکارانشان پیدا می‌کنند. به همین دلیل هم یکی از راه‌ها این است که از همکاران خود سوال کنید و از توصیه‌های آنها بپرسید، حتی زمانی که آنها در رسانه دیگری کار می‌کنند. به طور خاص اگر به دنبال راستی آزمایی با سابقه کار در روزنامه‌نگاری علم هستید یا در مورد یک حوزه علمی خاص، شناختن همکارانی که در رسانه‌های دیگر علمی کار می‌کنند می‌تواند مفید باشد. روزنامه‌نگاران فریلنس نیز گاهی برای افزایش درآمد خود پروژه‌های راستی آزمایی را قبول می‌کنند. برای همین هم ضرری ندارد از مجموعه نویسندگانی که میشناسید در این باره سوال کنید. برنامه روزنامه‌نگاری نایت در MIT در حال کار روی وبسایتی است که فهرستی از راستی آزماها را در آن منتشر می‌کند و ممکن است برخی از این جستجوها را راحت‌تر کند. این سیستم از سال 2021 در دسترس است. درباره اینکه چه هزینه‌ای باید به راستی آزماهای خود بپردازید جواب یکسان نیست. بر اساس اعلام انجمن تحریریه فریلنس، نرخ فعلی برای راستی آزمایی ساعتی 46 تا 50 دلار آمریکاست. گزارش سال 2018 KSJ درباره راستی آزمایی متوجه شد که میانگین پرداخت‌ها بین 27.76 تا 34.27 دلار در ساعت است و بازه آن بین 15 تا 50 دلار در ساعت نوسان داشت. البته داده‌های ما در آن گزارش محدود بودند. در نظر داشته باشید که برای کارهای فوری، کار در پایان هفته و کار با راستی آزماهایی که سابقه طولانی داشته یا در زمینه خاص تخصص دارند، پرداخت بیشتری را باید انجام دهید. برخی از رسانه‌ها هم به جای روند ساعتی بر اساس هر پروژه به راستی آزماهای خود پرداخت می‌کنند. همراه با قدرت بزرگ، مسئولیت بزرگ راستی آزمایی هم وجود دارد. در نقش یک ویراستار شما قدرت زیادی بر گروه خود دارید. همیشه اینطور به نظر نمی‌رسد، اما زمانی که نوبت به مدیریت و فرستادن داستانی درون روند نشر می‌رسد، شما رئیس هستید، حداقل یکی از رئیس‌ها. شما دروازه‌بانی هستید که داستان را تصویب و شخصی را برای انجام آن مأمور می‌کند. شما همچنین حرف آخر را درباره اینکه چه چیزی باید وارد نسخه نهایی منتشر شده شود و چه چیزهایی حذف شوند می‌زنید. از این قدرتی که در اختیار دارید تنها به صرف اینکه نشان دهید قدرت دارید استفاده نکنید، خردمندانه از آن بهره ببرید. زمانی که نوبت راستی آزمایی میرسد، فرصت‌های بسیاری برای یک ویراستار وجود دارد که از راست و درست بودن داستان اطمینان حاصل کند. شما می توانید با درایت و به روشی سیاستمدارانه اطمینان حاصل کنید که روزنامه‌نگاران در راستی آزماهای شما به تک تک این قدم‌ها توجه کافی را مبذول می‌کنند. اولین فرصت در مرحله پیشنهاد یا سفارش یک داستان به وجود می‌آید. اطمینان حاصل کنید داستانی که برای پوشش انتخاب می‌کنید مستحکم است و ارزش پوشش را دارد. اگر به نظرتان پیشنهاد یک داستان ضعیف است، از گزارشگرتان اطلاعات بیشتری را درخواست کنید. برای مثال مطالعات مرتبط با موضوع یا سایر منابع معتبر و محکم که از آن پشتیبانی کند. نیروهای فریلنس خود را بررسی و درباره آنها تحقیق کنید و سابقه آنها را بررسی کنید تا مطمئن شوید آنها افراد مناسبی برای تعریف کرد داستانی هستند که به آنها واگذار می‌کنید. به تضاد منافع احتمالی آنها نگاه کنید که ممکن است بر نحوه روایت داستان آنها اثر گذاشته یا بر نحوه درک آنها از داستان اثر بگذارد. همچنین به کیفیت مطالبی که آنها در جاهای دیگر یا شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند نگاه کنید. همچنین از پیش با آنها درباره فرآیند راستی آزمایی داستان‌ها در نشریه خود به شفافیت صحبت کنید تا زمانی که داستان به این مرحله رسید شوکه و شگفت زده نشوند.
ویراستاران در همین حال هر بار که نسخه‌ای از پیش‌نویس‌های داستان را می‌خوانند فرصتی برای کمک به راستی آزمایی داستان دارند. این به معنی آن نیست که لازم است هر فکت و داده‌ای را همانند یک راستی آزما خط به خط مرور و بررسی کنید، اما از نویسنده خود سوال‌های سختی بپرسید و اطمینان حاصل کنید که هر ادعای غیر شفافی را مشخص کرده باشید. این ادعا از کجا آمده است؟ چه کسی این را گفته؟ منبعش کجاست؟ و اگر شما با موضوع آشنایی خوبی دارید و به نظرتان دیدگاه یا منبعی مهم در آن از قلم افتاده است، از نویسنده خود توضیح خواهید که چرا این نکته را وارد داستان نکرده است. به یاد داشته باشید که اگرچه شما ممکن است فکر کنید که بیشتر نویسنده خود از موضوع خبر دارد، اما اغلب اوقات این گونه نیست. همیشه در این تعامل‌ها احترام نویسنده را حفظ کنید. ویراستارها گاهی لازم است نقش داور و میانجی را برای نویسنده‌ها و راستی آزماها بازی کنند. در این شرایط ایدئال همه افرادی که درگیر داستان هستند افرادی با روحیه کار گروهی خواهند بود که با هم برای تولید داستانی تا حد امکان خوب و دقیق همکاری می‌کنند. با این وجود شاید نویسنده‌ای از منبعی که راستی آزما برای بررسی ادعا انتخاب کرده راضی نباشد یا بر استفاده از جمله‌بندی خاصی از دید ادبی تأکید بیشتری داشته باشد، حتی به قیمت اینکه اندکی از دقت آن کاسته شود. و از طرف دیگر راستی آزما هم ممکن است در جزئیات غرق شود. در چنین شرایطی شما تصمیم نهایی را درباره این اختلافات خواهید گرفت و به همین دلیل هم اطمینان حاصل کنید که ادله و منابع طرفین را با دقت درک و بررسی کرده اید. موضوعات ترسناک حقوقی. کارآمدی راستی آزمایی بیش از این است که صرفاً اطلاعات دقیق را به دست مخاطب و خواننده خود برسانید. این کار می‌تواند نشریه شما را از مواجهه با پرونده‌های قضایی و احکام و جریمه‌های مالی سنگین در امان نگاه دارد. اما پیش از هر چیز این نکته را در نظر داشته باشید: از این راهنما به عنوان توصیه حقوقی استفاده نکنید. برای این کار شما نیاز به مشورت وکیل رسانه‌ای دارید. دوم اینکه ما در اینجا وارد تعاریف حقوقی نمی‌شویم. به جای آن تنها به صورت خلاصه به مسائل حقوقی بالقوه اشاره می‌کنیم که راستی آزمایی می‌تواند متوجه آنها شده و مانع از بروز آنها شود. افترا. اگر روزنامه‌نگاری اطلاعات مخربی درباره یک نفر منتشر کند و معلوم شود که این اطلاعات نادرست بوده است، روزنامه‌نگار و رسانه او می‌توانند از سوی آن شخص به واسطه افترا مورد شکایت قرار بگیرند. قانون در این باره متفاوت است و بستگی به این دارد که آیا شما داستان را درباره شخصی که چهره عمومی به شمار می‌رود، مثلا یک سیاستمدار یا چهره معروف نوشته اید یا درباره یک شهروند عادی. معمولا شخصیت‌های دارای وجهه عمومی مسیر سخت‌تری برای پیروزی در یک پرونده افترا در پیش دارند. راستی آزماها می‌توانند از درج اطلاعات اشتباه در داستان جلوگیری کنند، به خصوص اگر آنها داده‌ها و اطلاعات را با گفتگوی مجدد با منابع و یافتن منابع تازه شفاف کنند. تعرض به حریم خصوصی. مرز میان ارزش خبری اطلاعاتی که انتشار آن به نفع عموم مردم است و انتظار معقول برای داشتن حریم خصوصی همیشه شفاف نیست. راستی آزماها می توانند درباره موارد مشخص و منحصر به فرد نظر بدهند، به خصوص در مواردی که آنها با موضوع و منبع مورد نظر آشنایی دارند و می توانند مسائل بالقوه را متوجه شده و جلو آن را بگیرند. برای مثال اطلاعاتی که به روش‌های غیرقانونی جمع‌آوری شده است، مانند استفاده از شنود غیرقانونی یا ورود غیرقانونی به منزل و محل کار افراد. نقض حقوق مؤلف. در اغلب اوقات اشاره و ارجاع به مطالب منتشر شده از سوی نویسنده‌ها در آثارشان بلامانع است. این کار عمدتاً در ذیل رفتاری قرار می‌گیرد که از آن به استفاده منصفانه یاد می‌شود، اما استثناهایی هم وجود دارد. نباید انتظار داشته باشید که راستی آزمای شما با این تمایزها آشنایی داشته باشد، اما با این وجود آنها می توانند تا پاراگراف‌هایی را که در آن بخشی از داستان‌های منتشر شده دیگر به کار گرفته شده را مشخص کنند و این می تواند به شما کمک کند تا تصمیم بگیرید در آن موضوع لازم است با وکیلی تماس بگیرید یا نه. تقلب. اگرچه سرقت و استفاده بی ذکر نام از نوشته شخص دیگری از نظر فنی غیرقانونی به شمار نمی رود، اما مواردی وجود دارد که این کار قابل تفسیر در قالب نقض حقوق مؤلف است و حتی اگر این اتفاق نیفتد چون این رفتاری از گناهان غیرقابل بخشایش در روزنامه‌نگاری به شمار می رود. راستی آزماها می توانند در به دام انداختن تقلب‌ها کمک کنند. برای مثال با شناسایی ایده‌ها یا جملاتی که از مواد و اسناد مورد استفاده نویسنده و منابع آن بدون ذکر نام استفاده شده است. سوابق را حفظ کنید. حفظ و نگاه داشتن منابعی که از آنها برای هر یک از داستان‌های منتشر شده خود استفاده کرده اید می‌تواند به شما کمک کند که خطاهایی که به چشمان تیزبین برخی از مخاطبان شما می‌آید پاسخ دهید.
شما با این کار همینطور می توانید به نشریه خود در مواجهه با شکایت‌ها کمک کنید. چه به روش قدیمی در گنجه نسخه فیزیک مدارک را نگه می‌دارید و چه نسخه دیجیتال آن را در فضای ابری مشترکی ذخیره می‌کنید. این نکات را به یاد داشته باشید. آنها را منظم نگاه دارید تا بتوانید منبع مشخصی را روزها، ماه‌ها و حتی سال‌های بعد از انتشار پیدا کنید. آنها را امن نگه دارید، به خصوص اطلاعات و اسناد حساس نظیر اسناد افشا شده و اطلاعات تماس منابع ناشناس خود و افشاگران را در امنیت حفظ کنید. آنها را برای مدت زمان قابل قبولی حفظ کنید. در این مورد به مدت زمانی که از نظر حقوقی برای مطرح شدن شکایت در ایالت و کشورتان وجود دارد توجه کنید و اطمینان حاصل کنید که مدارک حداقل تا زمان انقضای این زمان حفظ شوند. راستی آزمایی بر اساس بودجه در اختیار. بعد از خواندن این فصل شاید با خودتان فکر کنید که خدای من، راستی آزمایی به نظر خیلی زمانبر و گران قیمت می آید و من مطمئن نیستم که منابع لازم برای این کار را در اختیار داشته باشم. این واکنشی قابل درک است. هرچه نباشد رسانه‌های خبری هنوز بهترین روش و راه ممکن برای بقا در عصر آنلاین را پیدا نکردند و به همین دلیل هم بسیاری از ویراستارها با منابعی رو به کاهش مواجه هستند. چطور می توانید بدون اینکه توان به خدمت گرفتن گروهی از راستی آزماهای مجله‌ای را داشته باشید این کار را انجام دهید؟ اینها چند پیشنهاد و توصیه در این مورد است. روش دوگانه و ترکیبی را به کار ببرید. تا زمان و بودجه خود را از صرف شدن روی داستان‌های کوتاه‌تر به سمت داستان‌های بلندتر منتقل کنید. آن داستان‌های طولانی‌تر تا همین جا هم کلی از امکانات و منابع شما را به خود اختصاص دادند و اگر در آنها خطای جدی رخ دهد سرمایه‌ای که صرف آن کرده اید هدر می‌رود. اولویت بالا را به مواردی اختصاص دهید که امکان مطرح شدن شکایات را دارند. به عبارت دیگر اگر یکی از داستان‌های شما شخصی را متهم به انجام جرم یا سوء رفتاری کرده است، بهتر است مطمئن شوید که منابع محکم و مستندی برای اثبات اینکه حق با شماست در اختیار دارید. یک فهرست برای گزارشگری درست کنید. فهرستی از فکت‌هایی که تایید آنها ساده است و در این حال به سادگی ممکن است درباره آنها خطا رخ دهد. برای مثال دیکته، موقعیت‌های جغرافیایی، خطاهای تایپی، آیا منظور ما اینجا واقعا میلیون بوده یا بیلیون، و تاریخ‌ها. هر نویسنده‌ای باید برای هر یک از داستان‌های خود به این فهرست یادآوری رجوع کند و از بررسی موارد درج شده در آن اطمینان حاصل کند. نویسندگان خود را تشویق کنید تا با چشمانی تازه دوباره داستان خود را بخوانند. به عبارت دیگر وقتی که آنها پیشنویس خود را به پایان رساندند باید زمانی را پیدا کنند که از داستان دور شوند. بازگشت به داستان پس از یک مدت استراحت باعث خواهد شد که خطاها راحت‌تر به چشم بیایند. شما هم به عنوان ویراستار باید همین کار را انجام دهید. مطمئن شوید که افراد متعددی هر یک از داستانها را می‌خوانند. به آنها تأکید کنید که باید در برابر هر ادعایی که به نظرشان درست نمی‌آید مقاومت کرده و طلب سند و مدرک کنند. سابقه اشتباه‌ها و اصلاحات آنها را حفظ کنید. این کار کمک می‌کند تا نقاط ضعف داستان را بهتر شناسایی کنید. راستی آزمایی می‌تواند کاری خسته کننده باشد. ممکن است کاری گران از کار در بیاید و ممکن است وقت زیادی را به خود اختصاص دهد. اما تخصیص هوشمندانه منابع به راستی آزمایی به شکل و شیوهی که هم به رسانه شما و هم به داستانی خاص کمک و خدمت کند اقدامی حیاتی است. راستی آزمایی می‌تواند به شما کمک کند تا نام و اعتبار روزنامه‌نگاری خود را حفظ کنید. می‌تواند از شما در برابر شکایت‌های احتمالی محافظت کند. من در این حال این ادعا را دارم که زمانی که هر روزنامه‌نگاری یا نشریه‌ای خطایی انجام دهد این کار می‌تواند باعث تخریب اعتبار و خوشنامی رسانه به طور کلی شود. البته که رسانه ساختار و موجودی یکسان و یکپارچه نیست. با این وجود بسیاری از مردم و مخاطبان ما را به این چشم می‌نگرند و به همین دلیل هر بار که رسانه خطایی را انجام می‌دهد که سر و صدا به پا می‌کند باعث می‌شود که مردم با راحتی بیشتری بگویند دیدی. همین موضوع دلیل این است که همشان اخبار دروغ می‌گویند. از همه مهمتر ما به خوانندگان خود مدیونیم که بهترین تلاش خود را برای در اختیار قرار دادن دقیق‌ترین اطلاعات درباره جهان اطراف به آنها انجام دهیم. این هدفی است که روزنامه‌نگاری ادعا می‌کند قصد انجام آن را دارد. منابع بیشتر: کتاب‌ها، راهنمایی راستی آزمایی شیکاگو نوشته بروک بول، انتشارات دانشگاه شیکاگو 2016. ویراستارانی که به دنبال راه انداختن دپارتمان راستی آزمایی هستند توصیه‌های متعددی را در اینجا پیدا خواهند. بررسی راستی آزمایی در روزنامه‌نگاری علم، بروک بول و دیگران، برنامه روزنامه‌نگاری علم نایت در MIT 2018.
این گزارش دیدگاه خوبی درباره اینکه راستی آزمایی چطور و در کدام نشریات حوزه علوم، سلامت، فناوری یا محیط زیست و از جمله در نشریات و مخاطب عام حضور دارد و عمل می‌کند. مقاله ها: راهنمای جیبی برای جلوگیری از مزخرفات، میشل نیجهایز، کلام آخر درباره هیچ، 29 آوریل 2014. هر روزنامه‌نگار یا ویراستاری به خوبی میتواند این قدم‌ها را به یاد بسپارد، به خصوص که به شکل راحتی در قالب و قطع جیبی طراحی شده و میتوانید در جیبتان نگاه دارید. نقاط بازرسی: جان مکفی، نیویورکر، فوریه 2009. یک نوشته کلاسیک درباره راستی آزمایی که نه تنها دیدگاهی درباره دپارتمان راستی آزمایی نیویورکر به شما میدهد، که به شما نشان میدهد گاهی یک راستی آزما برای اینکه یک نقل قول یا روایت شخصی را تایید کند تا کجا ممکن است پیش برود و چطور در بعضی موارد اوضاع میتواند اشتباه پیش رود. رادیو: در ستایش روزنامه‌نگاری فوق شفاف، برنامه درباره رسانه از شبکه WNYC 1 دسامبر 2017. مصاحبه‌ای با مارگارت سولیوان از واشنگتن پست که در آن او خواهان شفافیت بیشتر در روزنامه‌نگاری می‌شود. درباره نویسنده: بروک بورل رزمامه‌نگار و نویسنده‌ای با تخصص در زمینه علم و فناوری است. او ویراستار مقالات در آندارک است و برای مجلاتی چون پاپیولار ساینس، بازفید نیوز، گاردین، وبسایت آتلانتیک، ساینتیفیک امریکن و بخش 10 در مدیوم، 538 و اسلیت و سایر نشریه‌ها مقاله نوشته است. بنیاد آلیشیا پترسون، بنیاد آلفرد اسلون و بنیاد گوردون و بتی مور از کارهای او حمایت و پشتیبانی کردند. او در مؤسسه روزنامه‌نگاری آرتور اکارتر در دانشگاه نیویورک به تدریس کارگاه‌های نویسندگی می‌پردازد و در محافل ملی و بین‌المللی درباره روزنامه‌نگاری و راستی آزمایی سخنرانی دارد. در سال 2019 مقاله او با عنوان کلیک، دروغ و نوار ویدیو در ساینتیفیک امریکن برنده جایزه انجمن نویسندگان و روزنامه‌نگاران آمریکا در بخش مقالات چشمگیر در زمینه علوم و فناوری شد و همچنین او فینالیست جوایز ملی ارتباطات آکادمیک بوده است. بخشی از کارهای او در مجموعه مقالات کدام آینده گردآوری شده است. او نویسنده کتاب‌های آلوده چطور سازها به اتاق خواب‌های ما نفوذ کرده و جهان را زیر سلطه خود گرفتند و راهنمای راستی آزمایی شیکاگو است که هر دو را انتشارات دانشگاه شیکاگو چاپ و منتشر کرده است. دفترچه ویراستاری علم، بنیاد روزنامه‌نگاری علم نایت، دانشگاه MIT. راوی محمد اقبالیان. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com 11. به تصویر کشیدن داستان‌های پیچیده علم. نوشته جن کریستیانسن. مقدمه: اینکه ویراستاران تنها پس از اینکه کلمات به موقعیت مستحکمی رسیدند به مسائل بصری توجه کنند امر غیرعادی نیست. فرایند فکری در این مورد را میتوان اینگونه بیان کرد که فرایند گزارشگری تکمیل شده است. کمان داستان در سر جای خود قرار دارد و حالا وقت آن است که به سراغ ریزکاری‌های پایانی برویم. و برای من در نقش ویراستار گرافیک در ساینتیفیک امریکن واقعیت این است که اغلب اوقات تا زمانی که پیشنویس اول داستانی طولانی تحویل داده نشده باشد به سراغ توسعه گرافیک مربوط به آن نمی‌روم. در مورد قطعات خبری که ضرباهنگ تولید سریعتری دارند اما بخش گرافیک باید پیش از پایان تکمیل متن وارد بازی شود، اغلب اوقات بعد از تحویل پیشنویسی تر و تمیز از این قطعات فرصت کافی برای توسعه گرافیک مربوط به آن وجود ندارد و در شرایطی که ویراستاران گرافیک به فاصله گرفتن خود از آنچه به مدل میز خدمات معروف بود ادامه میدهند، به خصوص در شرایطی که گزارشگری مبتنی بر داده و تصویرسازی داده‌ها و داده نگاری بیش از پیش در هم تنیده میشوند، مهم است که به یاد داشته باشیم که عناصر بصری میتوانند نیروی پیشرانی در پشت برخی از بهترین کارهای روزنامه‌نگاری علم باشند. برخی از نمونه‌های به یاد ماندنی در این زمینه شامل این موارد است: ردیاب کرونا ویروس، آخرین ارقام و اعداد در حالی که کشورها در حال مبارزه با بازگشت کووید 19 هستند که در آن نمودارهای طراحی شده جان بارن مورداک و دیگران در فاینانشال تایمز به نمایش درآمده است.
چرا شیوع‌هایی مانند ویروس کرونا به شکل تصاعدی توسعه پیدا کرده و چطور میتوان منحنی را تخت کرد. از هری استیونز در واشنگتن پست. چه چیزی واقعا جهان را گرم می‌کند؟ از اریک روستون و بلکی میگلیوزی در نشریه بیزنس ویک بلومبرگ. اینها همه خورشید گرفتگی‌های کاملی است که در دوران زندگی شما رخ می‌دهند. آیا خورشید گرفتگی امسال بهترین فرصت شما برای تماشای آن است؟ از دنیس لو در واشنگتن پست. هیگز چیست؟ با طرح‌هایی از نایجل هولمز و گرافیکی از جاناتان کورم. آلیشیا دی سانتیز، خواکین جی وی و جاش ویلیامز در نیویورک تایمز. شما در نقش یک ویراستار چه کاری از دستتان برمی آید که مطمئن شوید گرافیک و سایر المانهای بصری داستان هم همان استانداردهایی را دارد که شما برای متن در نظر دارید؟ برای اینکه متوجه شوید چه کاری می توان با گرافیک انجام داد، شاید به منابع داده‌های خام، تصاویر مرتبط با آزمایش و مرور طرح‌های اولیه هنرمند تکیه کنید. برای اینکه بتوانید چنین کاری را با موفقیت انجام دهید، ایجاد هماهنگی بهینه‌ای بین ویراستار متن، ویراستار تصویر و منابع متخصصتان امری کلیدی به شمار می‌رود. این فصل بر اساس تجربه من با محوریت گرافیک نوشته شده است و بر مبنای نظرات افراد دیگر موضوعاتی درباره عکاسی، طرح‌های ادیتوریال و گرافیک‌های متحرک نیز در آن گنجانده شده است. همه ویراستاران می‌دانند، چه ویراستاران عمومی و چه ویراستاران تخصصی، نحوه برخورد مخاطب با داستان به خصوص زمانی که نوبت به طراحی‌ها میرسد تا چه حد اهمیت دارد. به زحمت ممکن است یک راه حل پاسخگوی همه شرایط باشد. به همین دلیل هم فکر کردن به راه‌هایی که می‌توانند یک محتوای واحد را در بسترهای رسانه‌ای متفاوت، صفحات چاپی، کامپیوترهای رومیزی، نمایشگرهای تلفن همراه ارائه کنید و همچنین مخاطبان متفاوت آنها حیاتی و کلیدی است. چالش موجود در اینجا مختص محتوای علم محور نیست و به همین دلیل هم من در بحث این که چطور محتوا را برای خوانده و دیده شدن بهتر در میان رسانه‌های مختلف خوانا کنیم عمیق نمی‌شود. به جای آن تمرکز من بر فرآیندی است که مشخص می‌کند در کجا عناصر بصری ممکن است کمک کننده باشند و چیزی را به داستانی علم محور اضافه کنند. همینطور توصیه‌هایی برای تولید و ویرایش این عناصر بصری را در این فصل می‌توانید بخوانید. نقش عناصر بصری در روزنامه‌نگاری علم. اغلب اوقات محتوایی که محوریتش علم است پیچیده است. عناصر دیداری ابزارهای قدرتمندی هستند که به خواننده شما کمک می‌کنند تا این داستان‌های پیچیده را درک کنند. در طراحی با سفارش این عناصر دیداری شاید نخستین تمایل غریزی شما این باشد که به نوعی اطلاعات را ساده کنید تا این اطلاعات به شکل وسیع‌تری قابل دسترسی برای مخاطبان باشد. با این وجود ساده سازی ممکن است باعث از دست رفتن و پاک کردن برخی از یافته‌های کلیدی شود و مواردی را به گونه‌ای تصویر کند که احترام و وفاداری لازم را به آن کشف تازه و جذابی که قصد برجسته کردنش را دارید ادا نکند. یافته من این است که اگر تمرکز خود را به جای ساده سازی و شفافیت بگذاریم، کارمان سازنده و خلاقانه تر خواهد بود. باید اشاره به نایجل هولمز، طراح و آلبرتو کیرو نویسنده اشاره کنم که همراه با گروه دیگری پیشتر درباره این طرز تفکر صحبت کرده یا نوشتند. برای مثال، برای مقاله چاپی درباره نقش ژن‌ها در مغز نوشته دو دانشمند به نام‌های ادلین و مایک هارولیس، آنها نقشه پیچیده در این باره را به من دادند. هدف طراحی این نقشه مرجع انتقال نتایج این تحقیق به همرده‌های این دانشمندان بود. مخاطبان سایر عصب‌شناسانی بودند که انگیزه بالایی برای خواندن دقیق و درک این تصویر را داشتند. در این نقشه از زبان و نشانگان بصری و علائم و رنگ‌هایی استفاده شده بود که برای سایر عصب‌شناسان آشناست، اما برای مخاطبی عادی نامفهوم است. از نظر من چنین نمادهایی را میتوان به اصطلاحات بصری تفسیر کرد. اصطلاحاتی برای آنهایی که آن را میفهمند کارآمد است. کلمات و تصاویری که معنی به شدت خاصی را در بافتار و چارچوب بسیار مشخصی و به روشی بهینه حمل می‌کنند تا اطلاعاتی پیچیده را به اعضای دیگر درون یک اجتماع برسانند. اما همین اصطلاحات نقش دیواری غیرقابل نفوذ را برای کسانی بازی می‌کنند که تسلط و مهارتی بر این زبان و علائم ندارند. من برای این پروژه جن ویلم تولپ که طراح داده است را استخدام کردم تا بر آن اساس چیزی را طراحی کند که قابلیت دسترسی و فهم بیشتری داشته باشد. در این مورد این کار به معنی تغییر ساختار نمودار یا حذف اطلاعات نبود، بلکه به جای آن ما موانع بصری که در ورود مخاطب به نمودار مانع ایجاد می‌کرد را حذف و برخی از نشانه‌های خوشایند که به مخاطب خوش آمد می‌گفت را به آن اضافه کردیم.
کل داده‌هایی که در نمودار بود بدون تغییر باقی ماندند. کاری که طلب کرد این بود که گفتگوهای تخصصی و بین گروهی که داخل این نمودار جریان داشت را از آن خارج کرد. موردی مانند یک طیف کامل رنگی و آن را با مقیاسی با پیچیدگی کمتر و خلاقانه‌تر با رده طیفی تکرنگ جایگزین کرد. ما چندتایی طرح از مغز را به آن اضافه کردیم که مفاهیم پیچیده و مجردی که مربوط به نواحی مختلف مغز بود را قابل فهمتر کند. همینطور به زبان ساده توضیحی درباره اینکه چطور باید این نقشه خوانده شود به آن اضافه کردیم و همینطور خطوط راهنمایی که مستقیما به مکانهای مورد نظر و مرجع در اون نقشه اشاره می‌کرد. هر تصمیمی که درباره عوامل بصری گرفته می‌شود غیر از مواردی که مربوط به سبک رسمی طراحی باشد باید با در نظر داشتن درک آن توسط خواننده گرفته شود. طیف رنگی که طلب به جای طیف کامل رنگی برای توصیف داده‌ها مورد استفاده قرار داد، برای من از نظر جذابیت و زیبایی فوق‌العاده بهتر از نسخه اصلی بود. اما این دلیلی نبود که در نهایت من از این طیف استفاده کردم. مقیاس با این هدف طراحی شده بود که اثرات ناشی از پرش‌های مصنوعی در داده‌ها را به حداقل برساند و این یکی از نقاط ضعفی است که در استفاده از طیف تمام رنگی به عنوان مقیاس وجود دارد. فارغ از اینکه موضوع در چه زمینه است، ارج نهادن به دقت یافته‌های تحقیقات علمی رویکرد خوبی در تصویرسازی از داده‌هاست. این عملکرد به خصوص زمانی که قصد پوشش علوم داده محور را دارید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. لوسی ریدینگ ایکاندا که در مؤسسه فلت آیرون طراح گرافیک است میگوید ویراستاران باید در انتخاب روش تفسیری گرافیک خود نیز دقت کافی را به خرج دهند. او میگوید زمانی که یکی از مراجعین من طرح ساده مینیمالیستی تکرنگ و بدون کلام درباره اینکه چطور قهوه درست کنیم را به عنوان منبع الهامی برای نحوه نمایش یک تصویر علمی پیشنهاد می‌کند، من نگران می‌شوم. من هم موافقم که چنین گرافیکی فوق‌العاده زیبا و دوست داشتنی است و از آنجایی که تقریبا همه افراد با مفاهیم و فرآیند قهوه درست کردن آشنا هستند، این سبک ساده مناسب و استفاده از برچسب و توضیح غیر ضروری است. زبان درست کردن قهوه تقریبا به خوبی درک شده و قابل فهم است، اما زبان علم اینگونه نیست. ساده سازی افراطی و کاستن محتوای علمی به سطح تعدادی نماد و نشانه ممکن است فضایی برای سردرگمی و سوء برداشت ایجاد کند. او اضافه می‌کند که از سوی دیگر طراحی با جزئیات فوق‌العاده زیاد و بازنمایی فوق دقیق ممکن است باعث بروز سوال‌هایی شوند که ما و راستی آزماهای ما یا نمی‌خواهند یا نیازی ندارند در این داستان به آن بپردازند. یادگیری بیشتر. برای اطلاعات بیشتر درباره علم نحوه ادراک ما در بخشی که به توسعه گرافیک مربوط است می‌توانید سری به آرشیو پادکست دیتا استوریز بزنید و در آن گفتگوهایی با دانشمندان حوزه ادراک را گوش کنید. همینطور وبلاگ نگاه‌های چندگانه توضیح تحقیقات دیداری سازی و نوشته کندی الیوت تحت عنوان 39 مطالعه درباره ادراک انسان در 30 دقیقه را مطالعه کنید. ویراستاران گرافیک با نگاهی که به شفافیت دارند به مترجم یا راهنمایی برای مخاطب بدل می‌شوند. تمرکز اصلی در این مسیر از کاستن از اطلاعات به سوی برداشتن موانع پیش روی خواننده برای درک آن منتقل می‌شود. هدف این است که اطلاعات پیچیده و تخصصی را برای مخاطب غیر متخصص قابل دسترسی کنیم. یکی از دلایلی که باعث قدرتمندی تصاویر می‌شوند این است که آنها این توانایی را دارند که به سرعت و بلافاصله مردم را با خود درگیر کرده و توجه آنها را جلب کنند. گرافیک‌های متمرکز بر علم ابزارهای ضروری برای ارائه چارچوب محتوا هستند که به کمک آن می‌توان مواردی را نشان داد که از روش‌های دیگر ناممکن است. این نکته را اولنا شمالو به خوبی در کهکشان، شلوار چسبان، سرم راستگویی و شنل مرئی بیان کرده است که این گرافیک‌ها دروازه‌های ورودی گشاده رویی را برای افرادی ایجاد می‌کنند که ممکن است بر اساس پیش‌فرض‌های خود علم را موضوعی ثقیل و غیرقابل نفوذ فرض کنند. فرایند ساخت گرافیکی علم محور. به عنوان یک ویراستار گرافیک علم در مجله تخصص من این است که بتوانم پیشرفت‌های علمی و فناوری را برای مخاطبان غیر متخصص قابل دسترسی کنم. این کار از جمله شامل طراحی و توسعه دیاگرام‌های توضیح دهنده و مصور و همینطور دیداری سازی داده هاست که با هدف توضیح ژرف آخرین یافته‌های تحقیقاتی و قرار دادن آنها در چارچوب و بافتار کمان بزرگتری از تحقیقات انجام می‌شود. این کار به نظر خیلی سرراست می‌رسد، اما بسیاری از موضوعات دارای ارزش خبری در علم بر دوش انبوهی از یافته‌های تحقیقاتی دیگر که به تدریج به دست آمده است قرار گرفتند و نمی‌توان فرض کرد که اغلب خواننده‌های ما از پیش از آنها مطلع باشند. برای طراحی گرافیک‌های مبتنی بر علم، تحقیقات پیش زمینه‌ای اهمیتی کلیدی دارند. همینطور مشورت با متخصصان محتوا و افرادی نظیر دانشمندان محقق
تا اطمینان حاصل کنیم اطلاعات به شکل دقیق و درستی به نمایش گذاشته شود. در طول مدتی که در نقش ویراستار گرافیک در ساینتیفیک امریکن کار می‌کنم و بر اساس تجربه‌های قبلیم از جمله مسئولیت تحقیق و مدیر هنری در نشنال جئوگرافیک، من چندین راهبرد برای طراحی‌های مربوط به موضوعات فنی برای مخاطب عام و تحت فشار زمانبندی را تهیه کردم. آنچه در ادامه می‌آید نسخه ایدئالی از فرایند من برای کار روی گرافیک‌هایی است که ریشه در علوم مرزی و پیشرو دارند. قبل از هر چیز باید اشاره کنم که بسیاری از گرافیک‌هایی که در ساینتیفیک امریکن منتشر می‌شوند را هنرمندان آزاد یا فریلنس تهیه می‌کنند. 8 گامی که در ادامه آمده در همه موارد کاربرد دارد، اما جزئیات توضیح داده شده در هر یک از این گام‌ها بازتاب دهنده رویکرد شخصی من در مواردی است که خودم از ابتدا تا انتهای مرحله تولید را بر عهده دارم. دیگران باید این آزادی و توانایی را داشته باشند که درون این چارچوب بتوانند جزئیات را آنگونه که برای آنها بهترین نتیجه را به ارمغان می‌آورد تنظیم کنند. همینطور من درک می‌کنم که سایر نهادها و سازمان‌ها ممکن است زمانبندی متفاوتی داشته باشند و دسترسی متفاوتی به منابع در اختیارشان باشد. این قدم‌ها فارغ از جدول زمانبندی یا ابعاد سازمانی یا حتی رویکرد داستان کارآمد است. آن تفاوت‌ها تنها تعیین کننده این است که آیا شخصی باید آن گام‌ها را در بازه زمانی چند ساعته یا چند هفته‌ای برداشته و تکمیل کند. گام اول تثبیت هدف اولیه برای گرافیک. به طور کلی در ساینتیفیک امریکن متن دست‌نوشته‌ها رهبری پروژه را بر عهده دارند. بعد از خواندن پیشنویس یک داستان، من مفاهیمی که فکر می‌کنم با کمک طراحی بیان بهتری پیدا می‌کنند را شناسایی می‌کنم. سوال راهگشای من در این مورد این است: آیا یک گرافیک برای کمک به انتقال این اطلاعات کمک کننده است؟ چه زمانی گرافیک می‌تواند کمک کننده باشد؟ 1. زمانی که یک تصویر بتواند داستانی را به شکل بهینه‌تر، مؤثرتر یا کاملتر از آنچه کلمات می‌توانند بیان کند. برای مثال نمودارهای به یاد ماندنی فاینمن را در نظر بگیرید که حرکت‌ها، برخورد و انتقال انرژی در ذرات زیر اتمی را نشان می‌دهند. در این موارد عنصر دیداری برای بیان فرمول‌های مجرد به کار گرفته شده است. 2. زمانی که روایت در بردارنده روابط پیچیده و در هم تنیده باشد و نقشه تصویری بتواند به خواننده کمک کند تا متوجه ارتباط‌ها شود. نمونه‌ای از این موارد دیاگرامی است که به توضیح پیچیدگی‌های فرایند فتوسنتز می‌پردازد. 3. زمانی که خواننده ممکن است از دیدن و بررسی روندها و الگوهای موجود در مجموعه‌ای از داده‌ها نسبت به مشاهده چند عدد از این مجموعه که در متن آمده است سود بیشتری برده و درک بهتری پیدا کند، مانند نموداری که تعداد ابتلاهای روزانه به کووید 19 را نشان می‌دهد. 4. زمانی که مؤلفه دیدایی مستقیم و سرراستی درباره مقایسه‌ها می‌تواند تغییرات یا تفاوت‌های میان شرایط مختلف را برجسته و مشخص کند. برای مثال در مورد 2 فرضیه رقیب یا شرایط و دیدگاه‌های پیش و پس از یک رویداد. پس از اینکه موضوعات بالقوه گرافیکی را مشخص کردم، آنها را با ویراستار متن در میان می‌گذارم تا مطمئن شوم که بر سر آنها توافق داریم و اینکه مسیر روایت تصاویر و متن در داستان دچار واگرایی نمی‌شود و یک داستان واحد را بیان می‌کنند. گام دوم تحقیق. هر موردی که امکانش را داشته باشم کار تحقیق را با منابع اولیه شروع می‌کنم. در شرایط ایدئال این منابع شامل مقاله منتشر شده در ژورنال علمی است که موضوع اصلی مقاله به آن اختصاص دارد و آخرین تحقیقات را مورد بررسی قرار داده یا تماس مستقیم با دانشمندی در این حوزه. بعد از این دامنه تحقیقم را توسعه میدم. ابتدا به سراغ مقاله‌هایی میروم که در بخش ارجاعات مقاله اصلی چشمم را گرفته است. به سراغ دانشمندان اصلی در تحقیق مورد بحث و همکاران او میروم. سپس به سراغ تصویر بزرگتر میروم. چطور این یافته تازه در میان سایر تحقیقات انجام شده در این حوزه جای میگیرد. اغلب اوقات ناچارم که تحقیقی مقدماتی درباره مفاهیم محوری انجام دهم تا مطمئن شوم که موضوعات را بد برداشت نکرده باشم و همینطور با واژگان تخصصی آن حوزه به طور مقدماتی آشنا شوم. جستجوی تصویری گوگل و با استفاده از کلیدواژه‌های مربوط به این موضوع کمکم می‌کند تا ببینم چه نوع گرافیک‌های دیگری قبلا در رابطه با این موضوع تهیه و تولید شده است و همینطور کمکم می‌کند تا نقاط ضعف اصلی را در پوشش وسیع‌تر موضوع شناسایی کنم. در واقع به من کمک می‌کند تا بر این نکته تمرکز کنم که چطور ما می‌توانیم چیزی تازه بر بحثی که در جریان است اضافه کنیم. کمک‌های ویراستار متن و نویسنده در این مرحله می‌توانند راهگشا باشند، چون در اکثر موارد آنها منابع کلیدی و همینطور فهرستی از منابع احتمالی را دم دست خود دارند
این گام احتمالاً متنوع‌ترین بخش این فرایند از نظر مدت زمانی است که باید صرف آن کرد. اگر گرافیک بخواهد از منظر زاویه دید خود متمرکز و محدود به یک بخش خاص باشد، این مرحله ممکن است کوتاه و بهینه باشد و بیش از چند ساعتی وقت نگیرد. کارهای بزرگ و حماسی‌تری که قرار است تعداد زیادی از مسیرهای تحقیقاتی را گرد هم بیاورد، مانند پروژه‌های نشنال جئوگرافیک که آماندا هابس، محقق هنری این نشریه، در نوشته پاسخهای من به این سوال که خب تو کارت چیه، آنها را توضیح داده است. زمان بیشتر و در مقیاس چند هفته را به خود اختصاص می‌دهد. گام سوم، توسعه طرح مفهومی، طراحی کلی مدادی یا معادل‌های دیگر طراحی. حالا وقت آن رسیده که تحقیقاتی که انجام شده را به کار بگیرم و آنچه در دفترچه یادداشتم نوشتم یا خط خطی کرده و طرح‌های ابتدایی زدم را به یک طرح منسجم بدل کنم. کارم را با مشخص کردن این موضوع شروع می‌کنم که دقیقاً این طرح می‌خواهد چه چیزی را توضیح دهد و این بررسی را با چشمانداز وسیع موضوع شروع می‌کنم. آیا قرار است دو فرضیه مختلف را با هم مقایسه کرده یا تضادشان را نشان دهم؟ اگر اینطور است، شاید رسم کردن دو قاب در کنار هم منطقی باشد. آیا قرار است تغییرات در طول زمان را نشان دهم؟ در این مورد یک رویکرد قدم به قدم به شکل خطی یا تناوبی شاید کارآمد باشد. قرار است نشان دهیم که چیزی چطور کار می‌کند. در این صورت شرایط فیزیکی آن موضوع می‌تواند در تشخیص فرم و چینش نهایی کمک کند. معمولا این گام را در مدت چند ساعت تا چند روز برداشته می‌شود، چرا که ریشه در فکر و کاری دارد که پیشتر و در گام دوم به انجام رسیده است. بعد از اینکه چند ساعتی را به فکر کردن درباره قالب و ساختار بنیادی و پایه‌ای سپری کردم، یک قالب و چینش ابتدایی را توسعه می‌دهم و در آن از سرخطها و سرتیترهای سرراست و توصیفی استفاده می‌کنم که بتوانم منظور خود را به روشی کارآمدتر با همکاران و کارشناسان مشاور در میان بگذارم. در تمام این مدت محور تفکرات من به شرح زیر است: 1. در مرکز قرار دادن یافته‌های تحقیق تازه. 2. حمایت از اطلاعات تازه با کمک چارچوب وسیع‌تر داستان. 3. در نظر گرفتن پیدا کردن جزئیات اضافی که میتواند در جلب بیشتر مخاطبی که در ابتدا با موضوع داستان ناآشناست مؤثر باشد. 4. تغییر اصطلاحات مربوط به برچسب‌های معرفی درون تصویر با استفاده از زبان ساده. 5. تغییر و بهبود واژگان بصری با دوری کردن از نشانگانی که تنها برای دانشمندان فعال در یک حوزه خاص آشناست. گام چهارم، مرور طرح مفهومی. زمانی که از طرح مفهومی هم احساس رضایت کردم، آن را با همکاران به اشتراک می‌گذارم تا مطمئن شوم که طرح اولیه‌ای که برای متن و گرافیک داشتیم هنوز هم انسجام لازم را دارد. هماهنگی میان ویراستار متن و ویراستار گرافیک در این مرحله حیاتی است، چرا که این مرحله زمان اصلی ایجاد تغییر احتمالی در طرح مفهومی گرافیک است. لازم نیست که گرافیک بازتاب دهنده مستقیم متن باشد، اما این قطعات باید مکمل یکدیگر باشند. بعد از این طرح مفهومی برای کارشناسان از جمله دانشمندان و محققان ارسال می شود تا آن را بازبینی کنند. چرخه‌های بازخورد که در بردارنده کارشناسان خارج از گروه است می تواند روند کندی داشته باشد. برای همین هم من سعی می کنم این روند را با اضافه کردن سوالهایی برای آنها تسریع کنم. اینها سوالاتی است که با هدف جلب فوری توجه آنها و قرار دادن تمرکزشان بر اعتبار و درستی و کلیت گرافیک و همینطور هر موضوع دیگری که برایم سوال برانگیز است طراحی می شوند. در برخی از موارد که تفسیر ابتدایی من نتواند از صافی کارشناسان محتوا عبور کند، لازم است که به گام سوم بازگردم. اگر نیازی به تغییرات و اصلاحی باشد، از کارشناسان محتوا درخواست می‌کنم که منابع بیشتری را به من معرفی کرده و مرا در توسعه طرح بازبینی شده کمک کنند. گام پنجم، توسعه طرح دقیق، نقاشی جزئی مدادی، سه‌بعدی سازی ابتدایی یا معادل آن. به محض اینکه طرح مفهومی از سوی همکاران و کارشناسان مورد تایید قرار گرفت، مرحله بعدی به این اختصاص خواهد یافت که تمام نکته‌ها و درخواست تغییرات را وارد طرحی منسجم و جزئی‌تر کرد. در این مرحله من جزئیات طرح را دقیق‌تر رسم کرده و برچسب‌ها را طراحی می‌کنم. در همین زمان ویراستار متن پیش‌نویس توضیحات برچسب‌ها را آماده می‌کنم. گام 6، بازبینی طرح دقیق. زمانی که از طرح دقیقم راضی شدم، آن را برای دور دیگری از بازبینی ارسال می‌کنم. بازخوردها در این مرحله می‌تواند شامل مواردی در مورد جزئیات طرح‌ها باشد، اما کلیت طراحی و ترکیب طرح نباید در این مرحله دستخوش تغییر شود. اگر مشکلی بنیادی با محتوا وجود داشته باشد که در نتیجه یعنی مشکلی بنیادی با ترکیب بندی طرح وجود خواهد داشت، باید آن را در گام چهارم تشخیص و تذکر داد.
برای اینکه نیازی به دوباره کاری نباشد، شفاف بودن با مرورگرهایی که از بیرون طرح را مرور می‌کنند و همکارانی که در این فرآیند نقش دارند فوق‌العاده کلیدی است. من به آنها توضیح می‌دهم که آنها 3 بار طرح را مرور خواهند کرد و هر مرحله به گونه‌ای طراحی شده است که بر دوش مرحله قبلی بنا شده است. اگر آنها بدانند که نخستین مروری که روی طرح انجام می‌دهند ممکن است تنها فرصت آنها برای علامت زدن و مشخص کردن مسئله بنیادین درباره طراحی باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که در آن گام با دقت بیشتری به جای اینکه خود را در جزئیات گم کنند و با در نظر داشتن تصویر بزرگ و کلی به مرور طرح بپردازند. گام هفتم، گرافیک نهایی. زمانی که جزئیات فنی سر جای خود قرار گرفت، تمرکز بر آخرین مراحل تصویرگری و تهیه برچسب‌های نهایی توضیحات قرار می‌گیرد. بنابر تجربه من، اغلب اوقات این ویراستار متن است که شرح گرافیک و برچسب‌ها را می‌نویسد. اگرچه در برخی از موارد و در بعضی از اتاق‌های خبر نوشتن این توضیحات وظیفه نویسنده یا ویراستار گرافیک است. گام هشتم، آخرین مرور گرافیک. آخرین نسخه طراحی برای آخرین دور بازبینی برای همکاران از جمله ویراستار مصحح و راستی آزما و همچنین کارشناسان و مشاور ارسال می شود تا مطمئن شویم هیچ خطایی در مرحله آخر تصویرسازی وارد آن نشده است. در ساینتیفیک امریکن ما عمدتاً با نویسنده‌های سر و کار داریم که دانشمند هستند. برای همین هم معمولاً راستی آزمایی رسمی در این مرحله کفایت می‌کند. اما نشریات دیگری که روند کاری متفاوتی دارند شاید ترجیح بدهند که راستی آزماها زودتر از این مرحله و شاید در مرحله 4 وارد جریان کار شوند. با دنبال کردن این گام‌ها، یعنی آغاز کار با طرح‌های مفهومی که در نقش راهنمای کلی برای ترکیب بندی عمل می‌کنند و ریشه در توضیح دادن مفهوم مورد نظر دارند، من خودم را مقید و مجبور می‌کنم که پیش از این که به سراغ جزئیات ترسیمی بروم، به خود محتوای موجود فکر کنم. اگر ساختار و سازمانبندی گرافیک به اندازه کافی مستحکم باشد، جزئیات ترسیمی و طراحی می‌تواند به شکل طبیعی درون آن چارچوب رشد کرده و توسعه پیدا کند. با توجه به ارادتی که به هنرمندان آناتومی دارم، شاید بتوانم اینطور بگویم که ترجیح میدم قبل از اینکه سراغ بافت‌های گوشت و عضلات بروم، ساختار اسکلت بندی و استخوان‌های آن را به درستی سر جای خود قرار داده باشم. راهبردهایی برای استفاده از عناصر دیداری برای قرار دادن داستان‌ها و خبرهای فوری علم در چارچوب مناسب. همانطور که اشاره کردم، کشفیات علمی دارای ارزش خبری معمولاً بر شانه و پایه بسیاری از تحقیقات علمی پیش از خود قرار گرفته و از تجمیع آنها حاصل شدند. اگرچه اینکه مستقیم و یک راست به سراغ نشان دادن آخرین نتایج برویم وسوسه برانگیز است، اما یک خواننده غیر متخصص ممکن است پیش‌زمینه لازم برای اینکه بدون در اختیار داشتن اطلاعات پیش‌زمینه بتواند متوجه داستان شده یا اهمیت آن را درک کند نداشته باشد. اینها 3 راهبرد برای کمک به این هدف است که زمینه و بافتار لازم برای درک بهتر آخرین تحولات را در اختیار خواننده خود قرار دهید. راهبرد اول، مواد و عناصر موجود در منابع اولیه را به طور مستقیم و به زبان مستقیم و سرراست حاشیه نویسی کنید. بیانیه‌های خبری و انتشارات دانشگاهی معمولاً به همراه عناصر دیداری کلیدی منتشر می‌شوند که آخرین تحولات رخ داده را برجسته می‌کنند. برای مثال، شاید شما برخی از تصاویر انتزاعی مربوط به بوزون هیگز را دیده باشید. در ماه جولای سال 2012 و زمانی که نخستین شواهد از وجود این ذره زیراتمی پیشتر نظری پیدا شد، دست به دست می‌شد. این تصویر مقطعی مورب از یک مخروط نیمه شفاف و آبی رنگ را نشان می‌داد که در مقابل زمینه‌ای مشکی قرار داشت. درون آن خطوط نارنجی رنگی دیده می‌شد که چند تای خط سبز که از آن بیرون زده شده بود. بسیاری از نشریات همین تصویر را برداشته و عیناً آن را منتشر کردند. واقعاً چند نفر ممکن است دقیقاً متوجه شده باشند که به چه چیزی نگاه می‌کنند؟ حدس من این است که تعدادشان خیلی زیاد نیست. اما با اندک کار اضافه از سوی ویراستار گرافیک، آن تصاویر را میشد با نکات کلیدی حاشیه‌نویسی کرد تا آنچه به تصویر کشیده شده است را شفاف و واضح کرد. چند تایی برچسب می‌تواند کمک بزرگی به خواننده برای درک بهتر اهمیت تصویر انجام دهد. همین موضوع درباره اشکال و طرح‌هایی که درون مقاله‌های علمی منتشر می‌شوند هم مصداق دارد. اگر تصمیم گرفتید که یکی از این تصاویر اصلی را برای داستان خود استفاده کنید، به این فکر کنید که چطور حاشیه‌نویسی آنها ممکن است به خواننده کمک کند تا بر روی نکات اصلی و کلیدی تمرکز کند. اگر شما علیرغم زیبایی یک گرافیک نتوانید آن را درک کنید، احتمالاً خواننده شما هم نخواهد توانست چنین کند. اینجا جایی است که حاشیه‌نویسی می‌تواند کارآمد باشد. راهبرد دوم، اطلاعات پیش‌زمینه را وارد گرافیک اصلی کنید. گاهی اوقات اضافه کردن چند حاشیه توضیحی کفایت نمی‌کند و طرح‌های جنبی تکمیلی هم مورد نیاز است. اگر به این نتیجه رسیدید که برای توضیح یک مفهوم
یک پاراگراف متن نیاز است این را در نظر بگیرید که شاید بتوانید این بار را بر دوش عناصر دیداری قرار دهید. شاید شما هم درباره ستاره بویاجیان که به نام ستاره تبی هم معروف است و به نام ستاره شناسی به نام تیتا بویاجیان نامگذاری شده است چیزهایی شنیده باشید. این ستاره شناس برای نخستین بار توانست نوسانات غیرعادی در نورانیت ظاهری این ستاره زمانی که از زمین به آن نگاه می‌کنیم را کشف کند. اگر شما این ستاره را با نامش نمی‌شناسید شاید به یاد بیاورید که این ستاره سرخط بسیاری از رسانه‌ها را به خود اختصاص داده بود که این فرض را مطرح می‌کردند که شاید این نوسانات نوری به واسطه وجود ابرسازه غول‌پیکر و دستساز بیگانگان در اطراف این ستاره باشد. برای مقاله‌ای به قلم کیمبرلی کارتیر و جیسون تیرایت که به بررسی فرضیه‌های موجود درباره این ستاره می‌پرداخت، ما تصمیم گرفتیم برای تعریف کردن بخشی از داستان از داده‌نگاری استفاده کنیم. داستانی که می‌خواستیم آن را با این روش تعریف کنیم این بود که چرا الگوی نوسانات نوری چنین پیچیده است. ارائه گراف مربوط به تغییرات شدت نور دریافتی از ستاره تبی نقطه آغاز بود، اما این به تنهایی نمی‌توانست این الگوی تغییرات را به تصویر بکشد یا توضیح بدهد که چرا این الگو غیرعادی است. برای این کار نیازمند این بودیم که موقعیت معمولتری از کاهش نور ستاره‌ها را هم نشان بدهیم. الگویی که از افت عادی که بر اثر گذر سیاره‌ای از مقابل ستاره مادر خود در مداری ثابت رخ می‌دهد، این دو وقتی با اطلاعات غنی می‌شدند می‌توانست به خواننده نشان دهد که چرا الگوی غیرعادی که ستاره تبی از خود بروز می‌دهد چنین غریب است. گرافیک صفحه بعد از تیفانی فارانت گونزالس، منبع چطور KIC 84 62 852 در طول مأموریت کپلر از رنگ و رو افتاد، نوشته بنجامین تی مونته و جاشوا دی سیمون، منتشر شده در اکتبر 2016. استروفیزیکال جورنال لترز. این طرح در اصل برای مقاله اخباری غریب از ستاره دور نوشته کیمبرلی کارتیه و جیسون رایت که در شماره ماه می 2017 در ساینتیفیک امریکن منتشر شد آماده شده است. قرار دادن داستان بصری در اون اطلاعات مفهومی میتواند مانع از سدیس شدن اطلاعات زیادی شود که به معنی ارائه اطلاعاتی زیاد از حد به شکل همزمان است. این راهبردی بود که برای طراحی و توسعه دیاگرامی که من برای مقاله از هلن برنزویل درباره ویروس ابولا استفاده کردم. هدف این بود که نشان دهیم چرا این ویروس مرگبار است و همچنین نقاطی از تحول بیماری را نشان دهیم که برای درمان بیماری میتوان بر آنها تمرکز کرد و آنها را هدف قرار داد. در این مورد هدف گرافیک این بود که ویروس را در کانون توجه نگاه دارم تا زمانی که خواننده آن را در طول صفحه دنبال می‌کند مانند این باشد که در طول زمان در حال تغییر تحول آن است. این خط زمانی به ستون فقرات ترکیب بندی گرافیک بدل شد. بعد از آن بود که من سلول‌های انسانی و سیستم دفاعی بدن را در جایی که به موضوع مرتبط می‌شدند وارد خط زمانی کردم. دو مفهوم کلیدی متن، نکات اصلی درون متن با رنگ زرد برجسته و مشخص شدند. متمایز کردن آن دو نقطه درون دایره‌های زرد تأکیدی بود بر سلسله مراتب اطلاعات. چارچوب به عنوان پیش زمینه، جزئیات مهم تازه به عنوان مواردی که مقابل زمینه و جلوتر از نظر بصری کار شده بود. طراحی توسط جن کریستیانسن. این طرح در اصل برای مقاله نبرد ابولا نوشته هلن برنزویل تهیه شده است که در شماره مارس 2015 ساینتیفیک امریکن منتشر شده بود. راهبرد سوم، از یک قاب یا باکس اولیه و مقدماتی استفاده کنید. آیا بین نیاز برای ارائه اطلاعات پیش زمینه‌ای و تمایل به بیان درست اطلاعات مربوط به آخرین کشفیات سردرگم هستید؟ فکر کنید که آیا می توانید موضوعات را به گرافیک های مجزا تقسیم کنید؟ یک قاب اولیه می تواند مفاهیم پایه‌ای را به خواننده‌هایی که شاید نیازی به اطلاعات زمینه بیشتر داشته باشند معرفی کند. آنهایی که با موضوع آشنایی بیشتری دارند می توانند یکباره به سراغ مطالب تازه‌تر بروند. مثلا برای مقاله‌ای درباره همه‌گیری یا آنفولانزای H1N1 که در سال 2009 رخ داد، ما گرافیکی را برای نشان دادن مفاهیم پایه‌ای نظیر اینکه چطور و چه زمانی ویروس‌های آنفولانزا وارد سلول‌های انسانی می‌شوند و تحت چه شرایطی سویه‌های مختلف یک ویروس ممکن است ژن‌های خود را تطبیق داده و ترکیب کنند منتشر کردیم. بعدتر درون داستان ما گرافیک‌های دیگری که مختص به زیست‌شناسی خاص سویه ویروس آنفولانزای H1N1 2009 بود را منتشر کردیم. به لطف گرافیک اول این یکی لازم نبود بار تمام جزئیات مربوط به عفونت ویروسی و روش تکثیر آن را نیز بر دوش بکشد. ملاحظات مخصوص دیداری سازی داده‌ها.
دیداری سازی داده ها ممکن است به روش های مختلفی صورت بگیرد، از نمودارهای ساده گرفته تا گرافیک های تعاملی پیچیده آنلاین. اگرچه زمان و مهارت و موضوع داستان تعیین کننده این است که شما کدام بخش از این طیف متنوع را مورد استفاده قرار دهید، اما اصول پایه‌ای در همه این موارد یکسان است. در داستان‌های علم، عمده داده‌هایی که با آنها کار می‌کنید قبلتر تحلیل شده و مورد بازبینی هم‌رده‌ها قرار گرفته است. با این وجود این مسئله به این معنی نیست که این داده‌ها بی‌عیب و نقص هستند و به همین دلیل هم لازم است با چشمانی نقاد به آنها نگاه کنید. بخش روش‌شناسی و پروتکل‌های داده را در مقاله‌های تحقیقاتی مطالعه کنید. سوال‌هایی که راهنمای جمع‌آوری داده بود را مطالعه کرده و همینطور با موضوع تحقیق آشنا شوید. به خصوص این موضوع در زمینه داستان‌های سلامت اهمیت دارد که داده‌ها ممکن است ریشه در نمونه برداری یا داده‌گیری از مجموعه همگن از افراد داشته باشد. این جزئیات باید به شما در چگونگی قاب‌بندی داده‌ها کمک کند. داده‌هایی که توسط دانشمندان ارائه می‌شود را با اعداد و داده‌های منتشر شده از سوی آنها مقابله کنید و حواستان به علائم هشدار ناشی از تفاوت میان این دو باشد. آیا داده‌های پرت بدون هیچ توضیحی از تصاویر و داده‌های نهایی منتشر شده در مقاله حذف شده است؟ از نویسنده‌ای که مسئول تماس است. این دانشمندی است که در مقاله به عنوان شخص پاسخگو به پرسش‌ها مشخص شده است. توضیح بخواهید. آیا برای بازتولید نمودارها از روی مقاله منتشر شده با مشکل مواجهید؟ از نویسنده مسئول تماس درباره روشی که آنها مورد استفاده قرار دادن سوال کنید تا واقعیت آن را پیش از آن که به سراغ راه حل‌های دیگر دیداری ساز داده بروید مشخص کنید. به طور روزافزونی داده‌های مربوط به یک تحقیق به عنوان ضمیمه‌ای از مقالات تحقیقاتی منتشر شده برای دانلود در اختیار عموم قرار می‌گیرند. کیفیت داده‌هایی که در فرمت‌های دسترسی باز و عمومی وجود دارند متفاوت است. گاهی اوقات آنها داده‌های خام بوده و گاهی شامل داده‌های پردازش شده می‌شوند. اگر موردی نامشخص بود از نویسنده پاسخگو مقاله راهنمایی بگیرید. زمانی که با داده‌های به شدت پردازش شده و تخصصی سر و کار دارم، مانند داده‌های مربوط به ژنتیک یا ستاره‌شناسی، همکاری با متخصصان دیداری ساز داده آزادکار فریلنس که در این زمینه‌ها مهارت و تخصص دارند برایم فوق‌العاده کارآمد است. ناجا پپوویچ یکی از ویراستاران گرافیک گروه اقلیم در نیویورک تایمز است. او به این نکته اشاره می‌کند که یکی از بهترین بخش‌های کار روی گرافیک‌های مربوط به علم این است که در اغلب موارد دانشمندان و محققان دوست دارند که با شما صحبت کنند. اغلب اوقات آنها از اینکه بتوانند به شما کمک کنند تا داده‌ها را به درستی درک کرده تا بتوانید بیان دقیق و درستی از آنها را ارائه کنید، توصیه خوبی که او درباره گرافیک‌های علم محور ارائه می‌کند بهترین توصیه درباره همه گرافیک‌های مربوط به داده‌هاست. زمانی که شک دارید با کارشناسان صحبت کنید. آیا امکانات و مسیرهای متعدد پیش رو و مواجهه با زمان تحویل کار که به سرعت در حال فرا رسیدن است شما را تحت فشار قرار داده است؟ در این شرایط روشی که عمدتاً برای من کارآمد است این است: ببینید کدام تصویر و نمودار در مقاله تحقیقاتی بیان کننده اصل و ستون فقرات یافته‌های تازه است. سپس از محققان داده‌هایی را بخواهید که برای تهیه آن نمودار ویژه از آن استفاده کردند و حالا به این فکر کنید که چطور می‌توانید از همان داده‌ها در قالبی استفاده کنید که نتیجه برای مخاطب غیر متخصص شما معنیدار شود. برای این کار به سراغ نمودارها و تصاویری بروید که در بخش اطلاعات تکمیلی مقالات درج و منتشر شده است. اکثر اوقات می‌توانید گوهرهای نابی را در چنین جایی پیدا کنید. این موضوع درباره یکی از تصویرسازی‌های محبوب من اتفاق افتاد که توسط طراحی به نام ژان ویلم تولپ و برای داستانی با عنوان مهاجرت تریلیون‌ها حشره تهیه شده بود. این طراحی از مرور تصاویر و گرافیک‌هایی که در بخش اطلاعات تکمیلی مقاله پنهان شده بود الهام گرفت. مانند هر دیداری سازی داده دیگری در مورد علم هم روش‌شناسی جمع‌آوری داده‌ها را بررسی کرده و خود را با آن آشنا سازید. این موضوع به خصوص زمانی که با داده‌های مربوط به سلامت جهانی سر و کار داریم مهم است. در این مطالعات معمولاً روش‌های جمع‌آوری داده در طول و عرض زمان و مکان یکسان نیست و دستخوش تغییر می‌شود. زمانی که می‌خواهید تعیین کنید که کدام یک از منابع معتبر شما بهترین گزینه برای موضوع و یا تمرکز منطقه‌ای داستان شما هستند، از نظر کارشناسان موضوع استفاده کنید. زمانی که داده‌های اصلی را در کاوش و مطالعات اولیه خود مشخص کردید، هر الگوی غیرعادی و شگفت‌انگیزی را که می‌بینید مورد پرسش و سوال قرار دهید. آیا روند شیوع یک بیماری به سرعت تغییر کرده است؟ مدارک و اسناد را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که این تغییر ناشی از تغییر روش در جمع‌آوری داده نبوده است و سپس پیش از اینکه نتیجه‌گیری نهایی را انجام دهید با شخصی که در مسئله تخصص دارد مشورت کنید.
بعضی وقتها بهترین راه حل این است که اصولاً از دیداری سازی داده‌ها صرف نظر کنید، یا همونطور که آماندا مکولت در 10 ملاحظه پیش از آن که نمودار دیگری درباره کووید 19 تهیه کنید نوشته کار بیشتری برای درک اعداد انجام دهید. کتی پیک طراح دیداری سازه داده مستقل و روزنامه‌نگار علم است. او به اصول زیر که در طول دوره کاریش در نقش یک دانشمند به آنها رسیده است اشاره می‌کند که در نقش ویراستار گرافیک هم به او خدمت کردند. اگر چیزی به نظر برای واقعی بودن زیاده از حد خوب به نظر می‌رسد، اغلب اوقات واقعی نیست. با چشم احتیاط به نتایج شگفت‌انگیز و غیرمنتظره نگاه کنید و از صحت آنها اطمینان حاصل کنید. کارتان را بازبینی و مرور کنید، محاسبات را به روش دیگری انجام دهید یا مجموعه‌ای از داده‌های دیگر یا کارشناسی را پیدا کنید تا تایید کنند که نتیجه‌ای که دارید منطقی است. اینکه مطلبی منتشر شده است دلیل این نیست که الزاماً آن مطلب درست است. مقالات بازبینی همرده شده، ژورنال‌ها هم ممکن است اشتباه باشند. تحلیل خود را به روش قابل تکرار و درک انجام دهید. اگر نتوانید آن تحلیلی را که روی داده‌ها انجام داده اید به سادگی توضیح دهید، احتمالاً به این معنی است که در این تحلیل زیاده‌روی کرده اید. عدم قطعیت و اطلاعات اشتباه. دو موضوع به طور خاص در ویرایش و دیداری سازی داستان‌های علم اهمیت دارند: نشان دادن عدم قطعیت و دوری جستن از اطلاعات اشتباه. دیداری سازی عدم قطعیت. عدم قطعیت مفهومی حیاتی و بنیادی است که به خصوص در داستان‌های مانند تغییرات اقلیم و همه‌گیری‌های جهانی خود را بروز می‌دهد. با این وجود به نظرم این ادعایی منصفانه است که حداقل تا این اواخر روزنامه‌نگاران دیداری از جمله خود من مفهوم و موضوع عدم قطعیت را نادیده گرفته یا زیر فرش پنهانش می‌کردیم. هنگامی که نموداری را برای نشر آماده می‌کنیم، چند نفر از ما تصمیم گرفته است که بازه‌های اطمینان را از نمودار حذف کنند. زمانی که به بیان و توجه به مسئله عدم قطعیت می‌رسیم، چه تعدادی از ما به تکرار روش‌های پیش‌فرض گرافیکی بسنده کرده‌ایم. مانند مورد نمایش مخروط عدم قطعیت مسیر طوفان که در فصل مربوط به آمار این کتاب بحث شده است و حتی درباره آن فکری اضافه نکرده و کارآمدیان را مورد سوال قرار نداده‌ایم. با این وجود اما همانطور که باروک فیشهوف و الکس سالدویس نوشته‌اند، عدم قطعیت در همه علوم وجود دارد. تا وقتی که این عدم قطعیت به درستی منتقل و بیان نشود، ممکن است تصمیم گیران نسبت به نتایج اعتماد کمتر یا زیادتر از حد درست تخصیص دهند. در سال 2015 گفتگویی که با جغرافیدانی به نام آیانا سنتون در کنفرانس تحقیقاتی گوردون درباره دیداری سازی در علم و آموزش داشتم باعث شد تا مکث کرده و قدمی به عقب بردارم و درباره نحوهی که این عدم قطعیت‌ها را بیان کرده و تصویر می‌کنم به شکل انتقادی فکر کنم. ما همکاری را با حمایت بودجه اندکی از سوی ناسا آغاز کردیم به این امید که بتوانیم دیدگاه دیگری به گفتگوهای وسیع‌تری که درباره دیداری سازی عدم قطعیت‌ها در جریان بود اضافه کنیم. چند سال بعد من و سینتون در پوستری که برای کنفرانسی آماده کرده بودیم نوشتیم: تصویرسازی علمی، نمودارها و دیاگرام‌ها نشان دهنده چیزهایی هستند که می‌دانیم و برخی اوقات درباره اینکه چطور آن موضوع را می‌دانیم تعجب برانگیز نیست که توجه اندکی به بیان آنچه نمی‌دانیم صورت می‌گیرد. نکته مهمتر شاید این باشد که مفهوم دانسته و ندانسته آنطور که این کلمات القا می‌کند چندان دوگانه و شفاف نیست. درون روند علم، میزان و بازه‌ای که درون آن چیزی دانسته شده ارزیابی می‌شود تابعی از سوال‌هایی است که پرسیده شده و روش‌هایی که برای پاسخ دادن به آن انتخاب شده است. پاسخ‌های غیر شفاف و مبهم ممکن است به همان اندازه‌ای در علم رایج باشد که نتایج قطعی برای یک آزمایش متصور است. بنابراین این سوال مطرح می‌شود: چطور می‌توانیم برای مخاطب عادی ابزارهای فاقد و فارغ اصطلاحات تخصصی را ارائه کنیم که به آنها در تفسیر یافته‌های مهم علمی کمک کند؟ فکر می‌کنم راه حل واضحی برای این چالش در اختیار نداشته باشم، اما با این وجود منابع و مثال‌های بیشتری درباره رویکردهای مؤثر در این زمینه را در بخش مطالعات تکمیلی این فصل درج می‌کنم. از نظر من نقطه کلیدی این است که درباره عدم قطعیت‌هایی که درون مجموعه داده‌هایی که قصد دیداری سازی آنها را دارید یا می‌خواهید آنها را به تصویر بکشید، از وجود عدم قطعیت آگاه و نسبت به آن دیدی منتقدانه داشته باشید. در عمل من کارم را با پذیرفتن این موضوع که عدم قطعیت مسئله است که باید از پیش به آن فکر کرده و پاسخ دهم آغاز می‌کنم. برای مثال در مقاله‌ای درباره مرگ و میر ناشی از زایمان، گروه تهیه کننده مقاله، مونیکا مکلمور نویسنده مقاله، جن شوارتز ویراستار متن، دالنتین دفیلیپو طراح داده، آماندا مونتانز ویراستار گرافیک و من تصمیم گرفتیم تضاد موجود میان داده‌های دو منبع مختلف، سازمان بهداشت جهانی و مؤسسه معیارها و ارزشیابی سلامت را نشان دهیم. همین واقعیت که ما دو تخمین متفاوت
از دو سازمان و نهاد مختلف را بیان می‌کردیم بر این تاکید داشت که در ماهیت و طبیعت این اندازه‌گیری‌ها عدم قطعیت وجود دارد. اگر تنها به یک منبع بسنده می‌کردیم، فرصت این که به کمک بیانی شفاف و مستقیم به خوانندگانمان این واقعیت را نشان دهیم که سازمان‌های قدرتمند مربوط به حوزه سلامت هنوز نتوانستند روش قابل اعتماد یکسانی برای اندازه‌گیری و دنبال کردن آمار مربوط به مرگ و میر ناشی از زایمان را در زمانها و مکانهای مختلف دنبال کنند از دست می‌دادیم. به طور مشابه برای مقاله‌ای درباره محاسبه نرخ انبساط کیهان، نویسنده مطلب ریچارد پنک درباره دو روش اندازه‌گیری مختلف نوشته و توضیح داده بود. محاسبات اولیه در بردارنده ستون‌های خطای بزرگ و دارای همپوشانی بود. این فرض وجود داشت که روش‌های مختلف اندازه‌گیری در نهایت به جوابی یکسان خواهند رسید، اما در طول زمان وقتی که نوارها و بازه‌های خطا کاهش پیدا کردند و کوچکتر شدند، واضح شد که این داده‌ها در حال واگرایی از یکدیگر هستند. ما هم مانند بسیاری از رسانه‌های دیگر تصمیم گرفتیم که نموداری را به متن اضافه کنیم که در آن اندازه‌گیری‌ها بر اساس هر کدام از معیارها و در طول زمان تصویر شده باشند و درون آنها میله‌های نشان دهنده بازه خطا را نیز درج کنیم. اما برای اینکه به خواننده‌های خود کمک کنیم تا به طور کامل متوجه این شوند که چرا ابعاد میله‌های نشان دهنده خطا در طول زمان تغییر کرده است، من دیاگرامی توضیحی درباره دقت نیز اضافه کردم. گرافیک از جن کریستیانسن در مورد یکی از روش‌ها کاهش ابعاد ستون‌های بیانگر خطا عمدتاً به واسطه افزایش در تعداد اندازه‌گیری‌های مستقل بوده است. برای روش دیگر این کاهش عمدتاً به واسطه افزایش کیفیت و تفکیک هر یک از اندازه‌گیری‌ها که به لطف تلسکوپ‌های بزرگتر ممکن شده بود ایجاد شده است. یک توضیح دیداری به ما اجازه داد تا دلیل وجود عدم قطعیت در پروژه‌های از این دست در طبیعت را بیان کرده و همینطور به روش‌هایی که ممکن است این عدم قطعیت‌ها در آینده کاهش پیدا کنند اشاره کنیم. مراقب مشکلات مربوط به اطلاعات اشتباه و گمراه کننده باشید. به دلیل اینکه در ساختارهای دیداری ظرایف و توضیحات به سادگی کنار گذاشته می‌شوند، اینها ابزارها و بسترهای مناسبی است که افرادی با سوء نیت عناصر گمراه کننده را در این ابزارها قرار دهند. موضوع من در این باره ساده و شفاف است. با گرافیک خود هیچ اعتباری برای اطلاعات اشتباه و گمراه کننده قائل نشوید و به آن بها ندهید. خیلی ساده است. افراد بخشی از گرافیک را خارج از بافتار و چارچوب مقاله یا زیرنویس آن جدا کرده و از طریق رسانه‌های اجتماعی آن را منتشر کنند. با وجود این اما مناطق خاکستری نیز وجود دارد، به خصوص زمانی که گرافیکی با نیت خیر تهیه می شود اما به دلیل خطاهای غیر عمد یا تجدید نظر در داده‌ها معلوم شود که گرافیک دارای خطا بوده است. به نظرم گاهگداری انتشار کنار هم دیدگاه قدیمی، خطا و تازه درست را برای کمک به خواننده برای درک اینکه چطور خطاها منجر به تحلیل‌های اشتباه شده‌اند و چرا تفسیر تازه قوی‌تر و مستحکم‌تر است، مفید است. اما در چنین مواردی من سعی می‌کنم با این تصور و نگاه کارم را پیش ببرم که چطور این گرافیک ممکن است از سوی افرادی که دارای سوء نیت هستند مورد سوء استفاده قرار بگیرد. هدف من این است که تا جایی که امکان دارد کار کسی که می‌خواهد چیزی را که می‌دانیم غلط است استخراج کرده و آن را بزرگنمایی کند دشوار کنند. برای مثال در مقاله‌ای از ملیندا مویر درباره صلاح و سلامت عمومی می‌خواستیم برخی از تحقیقات مربوط به مدیریت و کنترل سلاح که به طور رایج مورد استناد قرار می‌گیرند اشاره کنیم. مطالعات و تحلیل‌های بیشتر برخی از خطاهای جدی را درون برخی از تحقیقات کلاسیکی آشکار کرده بود که به طور رایج و به شکل مکرر از سوی لابی‌های حمایت از اسلحه مورد استناد قرار می‌گیرد. واقعیت این است که داده‌های موجود نشان می‌دهد که تعداد بیشتر سلاح منجر به امنیت بیشتر مردم نمی‌شود. به جای اینکه این مطالعات قدیمی را به طور کلی حذف کرده و از اشاره به آنها خودداری کنیم، تصمیم ما این بود که آنالیزهای ابتدایی را همراه با نگاهی انتقادی درون نمایش و بازنمایی دیداری قرار دهیم. حاشیه‌نویسی‌ها به خطاهای آماری که بر تفسیرهای ابتدایی اثر گذاشته بودند اشاره می‌کرد و در کنار آن نمودارهایی درباره همان موضوع اما با استفاده از داده‌های تازه را قرار دادیم. حاشیه‌ها را درون دایره‌های پررنگ درون نمودارها درج کردیم تا کار حذف آنها و انتشار جدول دستکاری شده را کمی سخت‌تر کند. تصویرسازی ادیتوریال، عکاسی و تصاویر متحرک. زمانی که نوبت به دیداری سازی‌های علمی می‌رسد، گرافیک‌های پایا و محض اطلاعاتی الزاماً همیشه بهترین راه حل به شمار نمی‌روند. گرافیک‌ها می‌توانند راه بسیار کارآمدی برای انتقال اطلاعات مشخصی به شیوهی مختصر باشند، اما به ندرت ممکن است که آنها بهترین گزینه برای استفاده در نقش برای مثال تصویری مقدماتی و ورودی برای یک داستان باشند. تصویرسازی ادیتوریال یا عکس می‌تواند روش مؤثرتری برای جلب توجه مخاطب، برانگیختن کنجکاوی و درگیر کردن آنها به طور عمیق‌تر و کاملی با محتوای داستان باشد.
میکائیل مارک مدیر خلاق ساینتیفیک آمریکن اشاره می‌کند که تصویرسازی‌های ادیتوریال می‌تواند برای انتقال مفاهیم کلی‌تری در مورد یک موضوع خاص استفاده شود و می‌تواند بخش‌هایی از طبیعت که امکان دیدن آنها وجود ندارد یا نمایش آنها دشوار است را به ما نشان دهد. شما نمی‌توانید کسی را بفرستید که از یک سیاه‌چاله عکاسی کرده یا اینکه ببینید درون قلمرو کوانتوم چه اتفاقایی می‌افتد، اما می‌توانید از هنرمندی بخواهید تا چگونگی عملکرد آن یا آنچه ممکن است به نظر برسد را تصور و ترسیم کند. اولنا شماهالو مدیر هنری مجله کوانتا می‌نویسد: من صرفاً به دنبال هنرمندانی نمی‌گردم که در کار کردن با علم راحت باشند. ترجیح می‌دهم هنرمندی را استخدام کنم که در کارش عالی باشد و در جایی که نیاز بود در زمینه‌های علمی و ریاضیاتی به او کمک کنم. البته برای اینکه همه را در مسیر موفقیت قرار دهیم، او همچنین به ویراستارها توصیه می‌کند اینقدر سوال بپرسید تا مطمئن شوید موضوعی که در حال کار روی آن هستید را درک کرده اید. به خصوص به این دلیل که اگر شما متوجه آن نشوید، احتمالاً خواننده هم متوجه آن نخواهد شد. اما با این وجود مراقب هم باشید که تبدیل به یک جفت دست اضافه برای محقق یا نویسنده‌ای شوید که با او کار می‌کنید. برخی اوقات کسانی که نزدیکترین رابطه را با مواد مورد بررسی دارند می‌خواهند همه موارد درباره آن را با جزئیات زیاد به مخاطب منتقل کنند و اصرار هم دارند که همه چیز به همان شکل و شمایل ارائه شود و بدین ترتیب هدف اصلی را گم می‌کنند. بیل داتهیت ویراستار مدیریت عکاسی در مجله ساینس اشاره می‌کند که برخی از انواع داستان‌ها به کمک عکاسی بیان بهتری نسبت به تصویرسازی خواهند داشت. پرونده‌های شخصی، داستان‌هایی که در آنها قهرمان ماجرا به سفری می‌رود و گزارش‌هایی از کارهای میدانی که می‌توان به روش قابل قبول و مقرون به صرفه آنها را پوشش داد. ارنی ماستوریانی ویراستار عکس سابق در مجله دیسکاور میگوید تصمیم استفاده از عکس باید در زودترین زمان ممکن در مرحله آماده‌سازی داستان اتخاذ شود. اگر داستانی داشته باشیم که بر مبنای شخصیتی مرکزی بیان و روایت می شود، باید مفهومی را طراحی کرده، عکاسی را استخدام کنیم و باید در خانه یا دانشگاه یا محلی که آن شخص مشغول تحقیق میدانی است از او عکاسی کنیم. اینکه یک هفته بفهمیم سوژه عکاسی ما مثلا یک هفته پیش محل حفاری باستانشناسی را ترک کرده موضوعی نیست که دوست داشته باشیم اتفاق بیفتد. منابعی برای تصاویری با محوریت علم: 1. علمی 2. animals 3. AP 4. Bridgman Images در بردارنده آرشیو عظیمی از هنرهای زیبا 5. CERN 6. Everett دیجیتال تصاویر تاریخی ثابت از سرگرمی و سینما 7. گتی 8. گرنجر انوای تصاویر آرشیوی 9. مری ایونز پیکچر تصاویر تاریخی با نگاه اروپایی 10. میندن 11. ناسا ایمیجز 12. نات جو 13. نیچر پیکچر لایبرری 14. ردوکس 15. ساینس فوتو لایبرری 16. ساینس سورس 17. شاتر استوک 18. اسمیتسونیان 19. یوروپیان ساوترن ابزرواتوری 20. یوروپیان اسپیس ایجنسی 21. لایبرری آف کانگرس تصاویر آرشیوی 22. ویلکام ایمیجز ویراستاران عکس توصیه می‌کنند که پیش از آن که نیازمند استفاده از خدمات این وبسایت‌ها شوید در آنها عضو شوید. بدین ترتیب اگر لازم باشد که عکسی را تحت فشار زمان تحویل کار به دست آورید دیگر لازم نیست وقت خود را صرف سر و کله زدن با بوروکراسی عضویت در این پایگاه‌ها کنید. زمانی که نوبت به انتخاب عکس برای داستانی علمی میرسد همه ویراستاران عکسی که من از آنها پرسجو کردم بر یک موضوع تفاهم داشتند و آن اینکه همه چیز را برای اطمینان از صحت و دقتش دو بار بررسی کنید. بیل داتهیت در این باره نوشته است که این برای هر کاری که در روزنامه‌نگاری انجام می‌دهید مهم است، اما به طور خاص زمانی که با علم سر و کار دارید اهمیت پیدا می‌کند. حوزه‌ای که نتیجه کار شما را افرادی با تحصیلات بالا می‌خوانند. لیز توماس ویراستار دستیار عکس در ساینتیفیک آمریکن اشاره می‌کند که وقتی به دنبال تصاویری از گیاهان و جانوران هستید مهم است که سوال کنید آیا نیازی به نشان دادن یک گونه مشخص یا یک مکان دقیق وجود دارد یا نه. همینطور مراقب وبسایت‌های آرشیو عکس باشید که اغلب از برچسب‌ها و کلیدواژه‌های اشتباه استفاده کرده یا موضوع عکس را نادرست معرفی کرده‌اند. او توصیه می‌کند پیش از آن که به بانک تصاویر هجوم ببرید چند دقیقه‌ای وقت را صرف تحقیق پایه‌ای درباره آن موضوع کنید.
به خصوص اگر با موضوعی سر کار دارید که نادر و کمیاب است و مطمئن شوید که دقیقاً می‌دانید به دنبال چه چیزی می‌گردید. دو تیتر اضافه می‌کند که نیاز به بررسی دقیق موضوع و اطمینان از آن تنها مربوط به مواردی نیست که با گیاهان و جانوران سر کار دارید. آیا دانشمندانی که در تصویر شما دیده می‌شوند تجهیزات لازم را به درستی به تن کرده‌اند؟ شما نمی‌خواهید اعتبار خود را با ثبت تصویری که دیگر دانشمندان به سرعت متوجه می‌شوند واقعی نیست به خطر بیندازید. در همین حال ویدیو در موقعیت یکتایی قرار دارد که می‌تواند بهترین بخش‌های رویکردهای سه‌گانه به یک عکس را درون یک بسته‌بندی و همزمان در اختیار شما قرار دهد. اینکه گرافیک‌های در بردارنده اطلاعات، تصویرسازی‌های مفهومی و تصاویری از مردم و مکان‌های واقعی را به هم بافته و درون یک داستان خودکفا جای دهد. برای تعیین اینکه آیا استفاده از ویدیو برای بیان داستانی علمی گزینه مناسبی هست، جفری دلویچیو، ویراستار ارشد چند رسانه‌ای در ساینتیفیک امریکن توصیه می‌کند که این تصمیم را با فکر کردن به موارد زیر اتخاذ کنید. تدارکات: معمولاً استفاده از ویدیو زمانی کارآمدتر است که به عنوان بخش اصلی یک پروژه در نظر گرفته شود و نه تنها افزوده‌ای به آن. تهیه ویدیو زمانبر است و حتی اگر بتوانید به سرعت آن را تهیه کنید، فرآیند پسا تولید آن می‌تواند پیچیده باشد. تهیه ویدیو معمولاً نیازمند گزارشگری میدانی و بسته به اینکه از چه چیزی می‌خواهیم فیلم بگیریم شاید نیازمند برخی از مهارت‌های فنی دیگر باشد. به همین دلیل تصمیم درباره اضافه کردن ویدیو به داستان باید در زودترین زمان ممکن اتخاذ شود، زمانی که تصمیم گیری درباره بهترین روش تمرکز بر فیلمبرداری یا جمع‌آوری منابع ویدیویی را بتوان در حالی که برنامه‌ریزی برای تهیه گزارش هنوز در جریان است به انجام رساند. منابع: محققان این روزها بیش از قبل به تهیه ویدیو می‌پردازند، حال یا به عنوان بخشی از خود فرآیند علمی یا گاهی به عنوان نوعی ضبط گزارش و خاطرات روند کار. اگر چنین اقلامی دارای کیفیت لازم باشد و واقعا روند کاری که شما قصد گزارشگری از آن را دارید مستند کرده باشد، باید به این فکر کنید که آیا می‌توانید از آنها برای کارتان استفاده کنید یا نه. چنین مواد و منابعی می‌تواند تصاویر ضبط شده با دوربین‌های گوپرو یا تصاویر فوق‌العاده آهسته ویدیوهای دارای تعداد فریم بر ثانیه بسیار بالا باشند. چنین مواردی اگر به طور مناسب و درون چارچوب و بستر مناسبی ارائه شوند می‌توانند افزوده‌های فوق‌العاده جذابی برای ویدیوی شما به شمار آیند. اما اگر از محققان درباره وجود آنها سوال نکنید، احتمالاً هیچ وقت هم متوجه وجود آنها نمی‌شوید. اهداف داستان: ویدیو ممکن است برای دیداری سازی جذاب از روندهای علمی و تقویت تجربه داستانی دارای ارجحیت و برتری باشد، اما گاهی هم ممکن است تمام توجه خواننده را به خود اختصاص داده و گاهی نیز ممکن است دقیقاً همان روند روایی که داستان در بر دارد را دنبال کند. در این صورت انجام آن زائد است. ویدیو باید در هماهنگی با متن، تصاویر و مکمل‌های صوتی کار کند، نه اینکه آنها را بازسازی و تکرار کند. به گفته دلویچیو، مهمترین سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا این داستان به ویدیو نیاز دارد یا از آن به طور قابل توجهی بهره میبرد. تنها تجربه است که میتواند به شما برای به دست آوردن برداشتی از واکنش‌های ویدیویی کمک کند. به همین دلیل هم از تجربه کردن نهراسید. به عبارت دیگر، شما گاهی ممکن است تلاش کنید اما نتیجه رضایت بخش از کار در نیاید. دنبال کردن فهرست زیر میتواند شما را در فرآیند تصمیم گیری کمک کند. فهرست تصمیم گیری درباره ویدیو: در کجای مرحله تهیه داستان قرار داریم؟ ابتدای کار هستیم، در میانه گزارشگری یا قرار است کار به زودی منتشر شود؟ چقدر درباره اینکه داستان قرار است چه شکلی داشته باشد اطلاع دارم؟ قرار است تصویربرداری از آزمایشگاه یا حوزه میدانی تحقیق باشد؟ آیا نیروی انسانی لازم برای تصویربرداری، ویرایش ویدیو یا تهیه انیمیشن در اختیار دارم؟ سایر عناصر دیداری مشارکت کننده در این پروژه مانند عکس و گرافیک کدام ها هستند؟ آیا گزارشگر به طور طبیعی برای اضافه کردن مجموعه ویدیویی به فرآیند کار خود مشتاق یا منعطف هست؟ اینکه با تهیه کننده ویدیویی ویراستار یا گزارشگر همکاری کند یا ابعاد پروژه خود را 2 برابر کند؟ درخواست‌های مضاعفی از منابع خود برای فایل‌های ویدیویی و اطلاعات مفهومی مرتبط بخواهد؟ منابع بیشتر: منابع در مورد دیداری سازی علم. این یک صفحه فهرست گوگل است که به طور دائم در حال تکمیل شدن بوده و مجموعی از سازمان‌ها، کنفرانس‌ها، ویدیوها و منابع مطالعاتی که من در پاسخ به پیشنهادهای خاص دانشجویان، دانشمندان و هنرمندانی که علاقه‌مند به یادگیری درباره دیداری سازی علم بودند، از تصویرسازی گرفته تا دیداری سازی داده و همینطور کاری که در نقش ویراستار گرافیک علم انجام می‌دهند جمع‌آوری کردند. style.org مجموعی از نوشته‌ها و سخنرانی‌های جاناتان کروم،
طراحی اطلاعات و ویراستار گرافیک‌های علم در نیویورک تایمز. مطالعه این مجموعه را با طراحی برای یک مخاطب آغاز کنید. داستان‌های داده، اپیزود 59. پشت صحنه داستان چه چیزی واقعا جهان را گرم می‌کند، به همراه تیم بلومبرگ. میزبانان این برنامه مورتیز استفانر و انریکو برتینی با 2 روزنامه‌نگار بلکی میگلیوزی و اریک روستان صحبت می‌کنند. موضوع صحبت آنها درباره این است که چطور آنها توضیحی بر تغییرات اقلیم را توسعه دادند که در بردارنده تعامل‌های آنها با دانشمندانی است که پشت توسعه این مدل‌ها حضور دارند و همینطور چالش‌های ترجمه اطلاعات پیچیده به موضوعی قابل فهم و دستیابی برای مخاطب عام. مدافع خواننده خود باشید. سخنرانی از لوسی ریدینگ ایکاندا در کنفرانس سایویز NYC در سال 2018 که در آن به بحث درباره طراحی و توسعه گرافیک در زمینه علم برای مخاطب عام می‌پردازد. توضیح عدم قطعیت به علاوه دیداری سازی. مجموعه‌ای از نوشته‌ها به قلم جسیکا هالمن و متیوکی که در آن به خلاصه سازی مطالعات تجربی درباره روش‌های دیداری سازی عدم قطعیت داده‌ها و راهبردهایی برای ارائه و بیان آنها پرداخته شده است. این مجموعه فنی و همراه با جزئیات است. برای یک توضیح خلاصه‌تر می‌توانید مقاله هالمن در ساینتیفیک امریکن با عنوان چطور بتوانیم عدم قطعیت را بهتر بپذیریم مراجعه کنید. درباره نویسنده، جین کریستیانسن ویراستار ارشد گرافیک در ساینتیفیک امریکن است، جایی که او مدیریت هنری و تولید تصویرگری‌های توضیحی در قالب دیاگرام‌ها و دیداری‌سازی داده‌ها را بر عهده دارد. او کار نشر خود را در سال 1996 با ساینتیفیک امریکن که در نیویورک آغاز کرد. او به واشنگتن رفت تا به گروه نشنال جئوگرافیک بپیوندد. ابتدا در نقش دستیار مدیر هنری، محقق و سپس در نقش طراح. او 4 سال را در نقش ارتباطگر فریلنس علم سپری کرد و سپس در سال 2007 به ساینتیفیک امریکن برگشت. جین درباره موضوعات مختلفی از تلاش برای دیداری‌سازی عدم قطعیت‌ها تا تلاشش برای درک بهتر نقشه پالساری که روی جلد آلبوم موسیقی لذت ناشناخته جوی دیویژن منتشر شده بود نوشته و سخنرانی ارائه کرده است. او گواهی ارتباطات علم از دانشگاه کالیفرنیا در سانتا مونیکا و کارشناسی در زمینشناسی و هنر استودیو از کالج اسمیت اخذ کرده است. ارجاعات